رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما سالم و غانم قرار داریم و خدا کند توی طول این برنامه که در خدمت شما قرار داریم معلومات و واقعیت های زیاد و بیشتری را در لابلای همه جنایات و عمل هایی که مقامات مربوطه کشور با هر راه و شکل تصویر میخواهند بپوشانند و جامه پیش نمایند و پرده پیش نمایند تا اینکه مردم را به شکل گول بزنند. چنان 35 سال از این ملت را فریب دارند و هر کاری که میخواهند بکنند. طول این برنامه بسیاری از برادران و خواهران ناآگاه دیگری که از شیطنت و از دسیسه های رژیم منحوس رحمانوف آگاهی بیشتر ندارند، بیشتر و خوبتر آگاه تر کردند. خوب دیگر یعنی چنانه که عنوان برنامه را گذاشتیم و همه شما هم از یعنی که چگونگی عنوان برنامه آگاهی دارید که رحمانوف کجا است که غیب زده است. بله، واقعا پس از اینکه برنامه های ما از اعلان شروع که از روز یکشنبه برنامه‌ای که گذشت که رحمانوف زنده یا مرده پدرانه در جوش دیگه نبوده غیب زده است، دیگر از همین روز دوشنبه شروع کرده پیشوای ملت فرمان میبره و پیشوای ملت انایتری داره و روزی سه شنبه یعنی که بعضی از فرمان های نوشته و ننوشته و دیگه فرمان پیشوای ملت فلان کار کرده است در مجلس نشانش دادن. امروز که دیگر همین صبح دین شب که از دیروز که اعلان برنامه را گذاشتند دیگر همین تمامی را مقصد آن چیزی که مربوط به مقامات قدرتی است، مربوط آن چیزی که بر وسایل اخبار عامه دولتی است، پر از نوارهایی که پیشوای ملت انا این کرده، پیشوای ملت فرمان صادر کرده، پیشوای ملت امروز صحبت داشت، پیشوای ملت این کرده اون کرد. خب دیگر این چیزایی که شما دیده استودید این البته نواری امروزه است که یک نواری فیک است. البته منظور از فیک یعنی این واقعی نه، منظور این چه صورت گرفته است، ولی نه این که امروز یعنی روز 28 ینور ولی کدام وقتی جلسه شده است به همین شکل. و من حتی یعنی که پودلینس یا این که حقیقی بودن اینا با چند شکل از برادران محلیلی که در قضیه های عکس و صورت یعنی که چی دوران نگاه کنید دور بودن رحمانوف در اینجا آورد نزدیک با کدام شکل. این نوار قدیمی است، سابق است، نه نوار جدید. انا اکنون خوب نگاه کنید یعنی که چگونه یعنی که نوار درست کردن این نوار. خب اکنون 28 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رهبران ساختار و مقامات نظامی و حفظ حقوق مشورت کاری دایر نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان با پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پارلمان کشور و مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به نتیجه های سال 2025 و وظیفه ها برای سال 2026 تاجیکستان با پارلمان از پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پارلمان کشور و مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به نتیجه های سال 2025 و وظیفه ها برای سال 2026 توجه ظاهر نموده دایر به اجرای سری وقتی و با ثمر با پیام خودش توجه ظاهر نموده است. یا محمد اقبال یک گپ میگه با همون گپ گفتگوی خودش توجه ظاهر میکنه که دیگه من چه خیلی گپ زدم یا پیامی بی موهیتی بی معنی. خب دیگر منظور این است، ولی گپ نداشتن در گپ رفته است. اصلا نمیدونن که چه خیلی بگن که رحمانوف صحت زنده سوق سلامت یگان گپ نیست هم 100% نمیدونن چی بگن. یعنی حتی در نوشتن تکست هم با مشکلات مواجه گشتگی هستند. حتی با یعنی که چی گفت پیشوای ملت همین نمیدونن چی بگن. برای چی؟ به خاطر یک چیز فیکه، یک چیز دروغه، یک چیز ساخته. فهمیده؟ یعنی اینا خوب دقت کنید بیننده گرامی. یعنی فریبی شیطنتی وسایل اخبار عامه رحمانوف شیطان نخرید. آنها در نزد راهبران ساختارهای داخلدار وظیفه های مشخص گذاشتند. وظیفه های مشخص گذاشت در نزد کاتب شورای امنیت یوسف رحمان، نزد
чином дорад. Прокурори генерали, вазири дифоъ, назди Мансур Умаров, назди хуб дига ҳамаи ҳамино вазифаҳои мушаххас гузошт. оли вазифаҳоро гӯш кунед. таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба шӯрои амният ба гардиши маводи мухаддир чӣ иртибот дорад? Рустам худаш як герчик чӣ иртибот ба маводи мухаддир дорад? вазири дифоъ чӣ иртибот ба маводи мухаддир дорад? Мансур Умаров чӣ иртибот ба маводи мухаддир дорад? ту дар инҷа анти яъне ки ҳамун маводи мухаддир чӣ ном дорад? зидди ҳамун гардиши маводи мухаддир кия дар инҷа чаро иштирок надорад? вақте ки мавзӯи асосу муҳими ту ҳамин боша, барои чӣ дар инҷа дигар одамо штагиан дигар гап ту гуфтаисай? Муҳаммад Иқбол меравад дар пеши военниҳо суҳбат мекунад, мега яъне ки дар мавриди зироат суҳбат мекунад. фаҳмидеси чӣ маъне дорад гап? баъд меган охи мебахшем мо военнием, мо ба гандуму ба пахта василетир ба ё чӣ кор дорем? охи моро ягон гапе бигӯ ки ягон вазъияти ҷангия шӯрои амният чӣ иртибот дорад ба маводи мухаддир? хуб диққат диҳед, яъне ин чизое ҳастанд ки бояд ҳар як кадому диққат диҳед. хусус навъҳои синтетикӣ ва психотропии он зоҳир гардид. дар пеши вазири дифоъ, дар пеши яъне ки Рустам, дар пеши прокурори генералӣ, хай ки майли прокурори генералӣ ки ягон нафар аз маводи мухаддир дар инҷа иштирок дорад надорад? дурустай? диққат кардаисе? як чиз дурӯғай да, вақте як чиз дурӯғ сохта ки бошад дигар намедонанд чӣ бигӯянд. кира ай кор монд, кира ай кор гирифт. ҳозир дар Тоҷикистон мардум ниёз ба об доранд, ниёз ба барқ доранд. оё дар мавриди барқ суҳбат кард? оё дар мавриди паёми ту причум дар инҷа? ҳамин чизи сохтаи дурӯғе ки рост кардагиянд, ҳамира ҳатто натонистанд монда ки пешвои миллат мардума даъват кард ҳамин мақомоти интизомира дар мавриди чизо. оли диққат диҳед бо нуқтаҳои гапҳои асосиш якташ маводи мухаддирай. оли диққат диҳед. супоришҳо ҳамчунин доир ба кор бо мардум, таъмини тартиботи кор бо мардум, шӯрои амният кор бо мардум кунад, вазири дифоъ кор бо мардум кунад. нигоҳ кунед, хуб диққат кунед, маъне ки моҳияти маҷлисша нигоҳ кунед, ба мардум кор кунед, интизома ҷорӣ кунед, то ин ки ягон митинг питинг ягон гап накунанд. яке ҷамъиятӣ, риояи интизому оинномаҳо ҳамчунин доир ба кор бо мардум, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, риояи интизому оинномаҳои ҳарбӣ ва омодасозии кадрҳои касбӣ дода шуд. фаҳмидасе ки манзур аз ин чизоро фаҳмидасе? биё дигариша мемонем барои ин ки President. ин чанд даққай? President. президент ягон гап нест. барои ҳамин хориҷии дунёро ҳамаро бояд ҳамта фреб кунанд ки пешвои миллат гӯё ки дурустай ҳама 100% президент гуфти гапҳо. урам як хабари ахбори дигар буд. дақиқан ҳамин ба мафҳум моҳияташ ҳамин, яъне ҳадаф аз ин чи аст? ҳадаф аз ин вазири Nataki psychotropy. вазири нигоҳ кунед, вазири дифоъ шиштагӣ, вазири дифоъ Мансур Умаров тирмо зиндонро қапе ки яке нахезанд биён чӣ коремон кунанд. як гапҳои дурӯғ. вақте ки амин ба ки дурӯғ дигар ҳамаи гап метавонанд ки бигӯянд ҳамаи чиза. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохтору мақомоти низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ машварати корӣ доир намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба супоришҳо аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумони кишвар ва маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба иҷрои саривақтӣ ва босамари онҳо дар назди роҳбарони сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба хусус навъҳои синтетикӣ ва психотропии он зоҳир гардид. супоришҳо ҳамчунин доир ба кор бо мардум, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, риояи интизому оинномаҳои ҳарбӣ ва омодасозии кадрҳои касбӣ дода шуд.
انشالله که دیگه مردم یعنی قضیه را فهمیده است. وقتی که اهمیت نمیتین مردم تاجیک، امروز 28 ینور پیشوای ملت ملاقات ظاهر کرد، دیدار کرد، گفتگو کرد، صحبت کرد در یک مجلس با مقامات حفظ حقوق، یعنی که در مورد گرین گپ زد. پدرنالت پروینه را بگو که صفت فر مشقتی، یعنی که نصرت الله سلیم زاده با ایوب جان غفورов گرفتار بود در رودکی، یعنی که سر کردن یک کار همین را بقبط یگون کس جمع نکرد، نه حفظ حقوق در کره نه هیچ کس. هم دختر تا بگو خاطی که همین مواد مخدر مردم گرشگ نکنن، دارو نتیان، تمام دیگه اگون گپ در کار نیست. رستم بگو باشم خیر خودت میزنی هیچ کار میکنی نمیکنی، مردم یک کار که شورخ خاطی بشوش کاری نکنن که مردم گرشی کرده ایسن. یعنی هم گپ بس حفظ حقوق هم در کار نیست. زویری داماد تا بگو یعنی که قاچاق مواد مخدر به شکل کاری که انجام داده است، یعنی که کوششش بود دیگه اون مقامات حفظ حقوق در کار نیست. مواد مخدر فروش اویلایت که یعنی که بانگی بود گرازن مواد مخدر استعمال میکردگی اویلایت تخمینه بود. خب دیگه دخترات همش خب دیگه لازم نیست مردم، یعنی که اگر هم بچه‌هاشون فریب نکنی شما و یعنی که نتیشون که نکشن تو معتادشون نکنی، بعد برای آینده زمانی کردن و پرابلم کردن دیگه این مردم یگون پرابلم نداره. در اصل پرابلم اساسی را اویلای خود داره. ولی این چیزایی که همش که موندیم و چند تشریح دیگه هم در سایت پرزیدنت دامینو میبینیم، اینو همش از همون برنامه‌ای که وقتی که میگن اکم آمدی بول برنامه‌ای که خودت کرده سای چی معنی دورانین یگون نتیجه نداره، یگون گپ خبر نیست، نتیجهش نمیاد. رحمانوف وادار میشون مقاماتش کار دروغ کرده ایستن. اینا میرن میگن کار اصلاح، اینا میرن میگن کار منطقی، اینا میرن میگن کار برادران مبارزتون که یک رژیم خوناشام که پیسند نمیکنه لوبوی تا زدگی، اینا میتونه رسما جواب میگن. فراموش نکنی وسایل اخبار عموم امام علی رحمانوف تا صدای خودش، ما نمیگیم که مرده است، خیلی ما میگیم نمیخوایم بمبره، ما میخوایم زنده بخپیمش. تا یگان شک نکنی هیچ کدوم، ما میخوایم زنده بخپیمش. این معینه یاسنه آشکاره، ولی کسالای نمیتونه گپ زده، وضعیتش بزیبای. الله شاهیده امروز صحبت کردم با یک نفر، خوب دیگر دو نفر صحبت کردم با یک نفر، خیلی آدمی چی میگه حضرت همش فکن. انا می کلمه فکه از همینجا از همون نفر گرفتم، گفت همش فکه یگان خیلی مجلس پجلیس شیدگی نیست، همه معلومه وضعیت گرینی بزیبای. هم که گفتم حضرت خدا بفهم این گپی معین. و دیگر معلومات از بچه شورخ رسید، والله از بچه شورخ رسید. در حق پیشوا دعا کنه، پیشوا وضعیتش خیلی بزیبای، امکان داره که خیلی دیگه که فهمیختم. این میگه با این دویم معلومات، این معلومات ریزه و دیگرش که از غیر تاجیکستان با بیرون، از بیرون با ما رسیدنش توسط افراد گوناگون ایش کو دیگه حساب نداره، چون که مستقیم من نیستم، من نمیتونم بگم که اینها را یعنی که دقیق من خودم. این که بچهای دیگه زنگ میزنن ای اطراف از داخل معلومات میگیرن و با ما میرسونن، این طری لغو زدگی حساب نداره، حسابش گمه. و همون خاطر یعنی که همه اون شکل ها و کارهای فریب و دروغی که رحمانوف انجام میتید، یعنی که چخیلی که حکومتش طولی 34 سال دروغ و فریب بود، حتی پدرنالت مردنش هم دروغه، حتی کسل شوی در حالت مرگ احتضار جان برآمدنش هم دروغ میگه. یعنی این پدرنالت رژیم رحمانوف همتا دولت ساختگیه که حاکمیتش دروغ بود، دولت داریش دروغ بود، عدالت اجتماعیش دروغ بود که عدالت نداشت، دولت دموکراتی ساختن گفتنش دروغ بود، دولت حقوق بنیاد ساختنش گفتنش دروغ بود. یعنی اویله‌ای که داره یک اویله روی دروغ استوار است. دختراش شوهراشون را فریب میکنن، شوهرای دختراش را فریب میکنن، اموالی خودش عزیزمو را فریب میکنه، عزیزمو رحمانوف را فریب میکنه، رستم زنش را فریب میکنه، زنش رستم را فریب میکنه، سامان زنش را فریب میکنه، زنش سامان را فریب میکنه. فهمیدید مقصد چی رفته است؟ دادار عزیزمو همو خیل، زنای دادار عزیزمو همو خیل، بچهای دادار عزیزمو همو خیل، نبرای رحمانوف همو خیل. یعنی یک دولتی که از آغاز روی دروغ استوار است، پس تمام این اویله و فامیل، یعنی که همین دودمانی کثیف و پلید، همش روی دروغ و روی فریب و روی حیله استوار است. حتی مرگی یا بیماری که از اون بیماری امکانی دیگه نخستن شد،
تا اینکه رستم کورپورا همه را بگیرد تشکیل کنه. اول باید تدگم تر میکنن. پیشوای ملت امروز در یک جلسه صحبت کرد و وظیفه ها و یعنی که کارهای خودش بر رستم امامعلی واگذار کرد. همین در تلویزیون نشانتون میتین. اما میگن انا پیشوای ملت هم ترک، اگر نه مجلس دیگه نه پیشوای ملت یگان سو واگذار کرده. پیشوای ملت هم همین کارا کرد، رستم امامعلی را هم تری او هم خلاص دیگه. پیشوای ملت از وظیفه استعفا داد و رستم امامعلی اگر یگان کس نیست رحمان و زندگیش استعفا نمیتیا. رحمان فتو در درون قور نمونن ای وظیفه استعفا دادنی هم نیست. رحمانوف هم تا مردگی حکومت داره، یعنی نمیخواه ای وظیفه بروه. تکش تو این ملت باید به این فریب و به این شیطنت آگاه باشن، دیگر دروغ و فریبی این رژیم نخورن. اگر در حالتی که میخواهند که یعنی آینده که زندگی باید بکنن یا آینده نیک خوبه با شرطی که باشه، پس در این قضیه باید سخت چیکار کرد، دقت جدی بتیم تا اینکه یعنی که با پرابلم گرفتار نشوند. اگر قضیه را به همون شکلی که ما و تو میخواهیم آینده نیک داشته باشیم، پس باید خوب با دقت بتیم که تو فریب مونته رژیم. اگر در حالت فریب دادنش بازم سالهای طولانی میتوند ما و شما را همین خیلی فریب کنه و به همین شکلها ادامه حاکمیت کرده رفتن بگیره. انا همین است که ما و تو باید چیکار کنیم، وضعیت و حالت مونه خوب با دقت ببینیم و بفهمیم و دیگر یگان کاری نکنیم که در اون کار یعنی که هدف آینده بدی موتره یعنی که دامنگیر شود. من خدا اگر دروغم نکنه حدود 7 نفر از افراد خیلی مهمی در مقامات قدرتی کشور یعنی که با ما در قضیه های گوناگون همین وضعیت ها یعنی که صحبت ها داشتیم. در صحبت هایی که انجام دادیم همشون به یک شکل یعنی که وضعیت به شکل گوناگون تفسیر میکنند و میگن. البته بعضی از افراد اگر دقت داده باشه در همین مجلسی که ساخته هم حتی هست یتیموف نیست. خب دیگر این همون قبل از نهایت ماهی دکبر بود که دیاتون باشد چندین واخری ها کرده بود با شورای امنیت. حتی شورای امنیت خودش یک مجلس بدونی حضور رحمانوف دایر کرده بود و یک مجلس کوتاه هم همین خیلی شده گذشته بود و دقیقاً اگر همون ببینن در اگر خاور ادالتش نکرده باشه همین صحبتی که نمی جهاز اینم خیلی شدگی است، همین صحبت در همونجا رحمانوف گزارش رسمی نشر کرده بودن و همون گزارش این امروز با یعنی که در 28 ینور برای ما دوباره یعنی که چیکار کردن، دوباره برامون فهمونده ایستن که انا همین وضعیت هست، انا همین حالت ما به همین شکل ادامه دارد. گویا پیشود ملت حتی یگان پرابلم یگان مشکلات نشده است و اون چیزی که خائنای ملت میگن ما یگان گپ نگفتیم، ما نگفتیم رحمانوف مرد است، ما نگفتیم رحمانوف کسل، ما گفتیم رحمانوف ایشز، رحمانوف سپولی از رنی ایشز. ما یعنی که نگفتیم که سامالیاتش فلانجا پاریدم درون تو تاجیکستان، ما یگان جوش نگفتیم رفته است. ما میگیم رحمانوف در درون تاجیکستان، ما در یگان نمود خیلی شک نداریم، یعنی که تا جایی که میدونن همه و میفهمیم. ولی رحمانوف دیگر نگاد نشدگی است، صحبت کردن نمیتوند و این مجلس های ساخته و گفته که هستن یعنی که مورد تصدیق ما نیستن. اون فرمان های ساخته که روزی پس از میگم که پس از اون برنامه 370 چند بود 87 بود یعنی که پیش ای برنامه یعنی که بعد از این برنامه که گذشته بعد از اون دیگه فرمانو برما پیش از او هم وقتی اعلان مونده بودن دیگه امید یعنی که پیشوای ملت هست در فیسبوک بعضیش تو پیشوا در جای گفتن نیست همون حتی یعنی که چیشون کرده بود با وضعیتشون بد کرده بود. پس این حالت هست که مردم باید آگاه باشن، مردم باید بفهمن. و یک قضیه دیگر هم باید خاطر رسان کنیم چون که ما حرکت مردمی هستیم و با مردم هستیم. از بعضی از کشورها واقعا هم تماس ها شد که این دلالت بر یعنی همون حالت های گوناگونه که در داخل کشور البته کشورهای ابرقدرت
افراد خاص خودشون دارند در هر کشور و معلومات های گوناگون از یعنی دالان های هر حکومتی میگیرند و در حالت وضعیتی بد قرار گرفتن مهره ها گاه ها در حرکت می شوند و می خواهند صحبت ها نمایند در قضیه آینده کشور که چی می شود بعد از این و حتی یعنی که دو مقامات کشورهای ابرقدرت در قضیه حتی رستم قایم مقام نبودنش صحبت کردن. این هم خوب دقت کنید، نگاه کنید. اگر رحمانوف بیمار نباشد مقامات قدرت های گوناگونی جهانی در صدد فهمیدن وضعیتی دقیق تر از مخالفینش نمیکنن. این هم بفهمه. یعنی این گپا را من یکم خیلی یعنی که معلوماتی نداده ایستم که معلوماتی یعنی آشکار نکرده ایستم، ولی گپ در موردی وضعیتی نابسامانی سلامتی رحمانوف رفته است که مقامات های کشورهای گوناگون خوب هفته ششتش یعنی که رسمی بودن و یکتش همین خیلی میخواستند که معلومات بگیرند که خب دیگر ما هم چیزی که معلومات عمومی است همون معلومات ها یعنی که گفتیم و دیگر معلومات اضافه چیزی که داریم ما با مردمون در میان میگذاریم. البته هستند بعضی معلومات هایی که اونها را در میان تا وقتی به پیروزی رسیدن نمیشود گذاشت، ولی در عموم من از بیسپکویست و یا با ناآرامی بعضی از کشورهایی که در منطقه هستند و غیر منطقه هستند یعنی از دو کشورش میگم که حتی یعنی که ستافکر بالا رستم نکردن حتی رفته است. یعنی این خیلی جالب تر است. یعنی به خاطر چی رحمانوف تا این روزا بچهش آورد در قدرت دیم نفر حتی موندگی است، ولی حالا که وضعیت به این شکل بحرانجی قرار دارد و وضعیت به این شکل است چرا رحمانوف نمیخواهد که بچهش شود؟ نگاه کنید. یعنی گپ درباره این نرفته است که رحمانوف نمیخواهد، گپ درباره اطرافیانی که در قدرت فعلا هستند نمیخواهند رستم بیاید. انا این گپ رفته است. وقتی که با یک نفرش گپ درست‌تر کردیم گفتن خوب دیگه هر دش دلالت کننده یک چیز، گفتم نه هر دش دلالت کننده یک چیز نیست. شما میگه رحمانوف نمیخواهد، ولی رحمانوف که بمبره خواستن نخواستن او دیگه محک اساسی آینده دولت آینده تاجیکستان نیست. پس افرادی که در اطراف همین حاکمیت رحمانوف هستند حاکمیت رستم نمیخواهند. انا ای تبگه درستش کنه و گپه تا اینکه درست شود. میگه حالی ما از سلامتی کامل رحمانوف یعنی که معلومات دقیق تر نداریم، ولی میدونیم که از پولوزیرین یا گمشدگی است، ولی همه اون یعنی که چیزایی که هستند میبرایند برآمدهای ساخته رحمانوف اینا همش فیک هستند. ما گفتیم خوب در این ما هم شک نداریم، ما داخل این معلومات گرفتیم که این یعنی که نشستای فیکن. اینا از رنگی که رمضان قادیروف است همه تون دیاد دارین مردم بیای اوس نریم همین اسم در آسیا زندگی میکنه همه چیشنیستان رو میبینه. همین آدم زد در روز درجدین یا دوداری که چکار کرد همه تون شاهیدید. زد حتی گفتی گپ آدم مرد، بعد از اون گرفتن گویا که در ساوبز یعنی که مجلس گذاشته است مدال داده استن آدم در حالتی که آدم خواه یعنی که چند ساعت پس مسکو باید پرواز کنه برای گویا که در مجلس حکومت چچنستان چی گذاشته است مجلس گذاشته است تلویزیون رسمی دولتی امیرا نشون داده است. امیرا بفهمی رحمانوف با همون قیاس کنید تا اون دیگه اگون گپ دیگه نباید بزنه. این همی چیزا خطون قیاس کنه من نه همه تون شاهیده که همین آدم زد آواریا کرد درست ولی در تلویزیون یعنی که چچنستان همونجا چی را گذاشتن مدالگیری یعنی که آدم او گویا که یعنی که باز مدالش دادن و در شورای امنیت صحبت کرد در حالتی که در کام خواه سیلیزیون کش یعنی که کفیدگی خواه جگرش یعنی که آسیب دیدگی همه فهمیده است همه میفهمیره یگان مشکل وجود ندارد. پس فهمیده که خبر دروغ برآمد چیزی که در تلویزیون نشر شدگی به خاطر خاموش کردن مردم یک چیزی دروغ یعنی که نمیتونه دوام کنه دولگه. انا همین رحمانوف هم بیننده عزیز گرامی دقیقاً به همون شکل و به همون حالت است. شما فکر نکنید که این که تاریخ 28 یعنی که رحمانوف گویا که مجلس کرده است گوی حضرت روزی 16 فرمان برآورده روزی 18 تاریخ کرده این گپو دیگه برای ما نمیگذارن.
این دروغایی که اینو کرده سن این دروغا برای ما نمیگذارن. من با چندین شکل ها در برنامه گذشته در مورد وضعیت سلامتی رحمونوف گفتم که چگونه توقایف و میرزیویف در این صلح اشتراک میکنند، در صلحی که امریکا راه اندازی کرده است. درست ولی رحمونوف نیست اوجا. یک شکیو که یک امید گفتی گپو شوربورا پارتو 2 کیلو گوشت دادونش پارتو اعلان که رحمونوف میدوا میویا اگر تو یگون پرزیدنت دولتی یکم ترک یعنی که با بروتر باشی بکو دیتری رفت جایزه صلح تالستوی ای مسکو نو فورم گرفت اومده اکه گو دیتری مجلس صلح که خودش اساس گذار صلح وحدت ای در اساس دولت یک شخصی که نامش کلیچکش اساس گذار صلح وحدت ای چخل در همون چیزی که دویر با صلح هست دو اشتراک نمیکنه. با خدا 3000 بار پدوات ضعیف کمی کرد که قطعی میرزیوی فقطی یعنی که توقایف منم دبارشون میرم اشتراک میکنم اکای ترامپ التماس نمردی نکه یو هردش دستی ترا زور نزده بودند من بدم برزگو دستی ترا خوب که ما فکر باشه ما حتما هستم ترافتی ای پریزیدنتی بایدن اومد 4 سال کار رفت اینا با توی سال اومدی اولا ما هستم دامی جون ما رنگی پریزیدنتی امانوئل ماکرونی فرانسه نیستم که گفتی گپو وقتی زورم بیاد ترامپ میگرده میگه خیلی گپ من نگرفت و با قریبی ای وظیفه میره او برای چی؟ به خاطر اینکه میدونه که هر پرزیدنت نهایت داره ولی رحمونوف مدام العمر و همون خاطر امکان نداشت در یگان شکل صورت که رحمونوف در اون یعنی که همون چی اشتراک نکنه. این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اون میکنه که رحمونوف سالم و صحت نیست. این دیگه یگان شک و شبهه نکنه. خب در قضیه اگر به شرط کشورهای اروپایی یگان آدمی با عقل تر شه روان کنن یا که بگم من تاجیکستان میرم در همین حالت میتونن مردم فهمیده که رحمونوف یعنی که صحت یا کسل ای. اگر که یگان چی باشه یگان آدم دیگر منیکه نپشونن یا اینکه رنگ همین نکننش نبرارنش پیشوز نگیره و دروغ رو برا بگه این همی پیشوی ملت ای یا هر کار میکنن همه کار کردن یعنی دوینی که همه کار امکان داره کردن ولی رحمونوفی اصلی یعنی که در یک وضعیت بد و در یک حالت خیلی نامعلوم و غیر قابل یعنی بازگویی شونده قرار دارد. حاکمیتش دروغ است، دولت داریش خیلی دروغ است، اویلش خیلی دروغ است. پس همین سیاستی که دارد سیاست هم دروغ است. همون خاطر شما انتظار تمام تحولات گوناگون دیگری هم در قضیه اون چیزی که در کشور میگذرد باید هر یک تاجیکستانی باید باشد و باید بداند که امروزه وضعیت کشور ما و شما با همین حالت ادامه دارد. پس یعنی فکر نکنید که سلامتی رحمونوف خوب است و یگان مشکل وجود ندارد. اون چیزی که فرمانهای صادر میکنه فرمانها همه فرمانهای اصلی و فرمانهای هستند که یعنی که واقعی هستند. این همین سلامتیش از جایی که من میبینم از این سراسیمه شدنیاش از همون 1 ینور وقتی فرمانی همون فروغ صبح دانایی کتاب از 1 ینور فرمانش رو بردن اثر کرد از همونجا سر میشد. و در وضعیت دیگر هم باید بدونیم که همه وقت امامعلی رحمونوف وظیفه گیری و وظیفه مانی را از نهایت از دهه سیومی یعنی ماه شروع میکرد لااقل از 17ام 18ام 19ام 20م به این طرف شما خودتون بگرده سالهای گذشته را ببینه ماه ینور همه وضعیت ها را خوب میتونی فهمیده. ولی چرا امسال از این قدر بر وقت گرفتش؟ به خاطر که سلامتی بیزه بای مردم ماهی مثلا فوریه نیست که کس اهمیتش نتیه ماه ینور یک کاری که همیشه این کار کرده بود باید انجامش میداد. یعنی که سال 2026 هم دل زنک 2026 در نهایت ماه ینور نه در آغاز ماه ینور در دوره یعنی که در دهه دوم تقریبا یعنی که کارش شروع کرد یکم دوم یعنی که فرمانو هم مرا برآوردن شروع کرد. این خودش دلالت بر همون سلامتی بدی که رحمونوف داشت با همون یعنی که دلالتی خیلی زیاد میکرد. و همون خاطر واقعا هم مردم باید بفهمند و دیگر آگاه باشند به شیطنت و به فریب ها و با اون چیزایی که وسایل اخبار عامه داخل کشور یعنی که صحبت میکنند فرمان پیشوای ملت میخوانند برای مردم. یعنی که شما خودتون با سایت پرزیدنت بدروید سال 2025 تماشا کنید که یک بار یعنی که دقت بتید چی میبینید.
همون چیزایی که امسال سال 2026 مرحمت سال 2025 بگردید تماشا کنید، خاور 2025 تماشا کنید، 2024 تماشا کنید، 2023 را ببینید. یک بار اهمیت دقت بدید و بعد بگردید بیاید با سال 2026 چی میبینید. از اولین روزهای سال 2026 با فرمان دادن شروع کرد. دیگر کار با فرمان دادن، یعنی جانی پدنالت باید با فرمان دادن برای اگر جانی آدم ارزو داشته باشه که با کلمه از دنیا بگذره، رحمان رو میخواد جانو با فرمان دادن ببره. ولی فراموش کرده است که مالک یوم الدین الله هست، پادشاه روز جزا الله هست، ملک ملوک الله هست. یعنی که الله سبحانه و تعالی است که همه جمع میشوند، نهایت امر همه نزد او میروند. از این رحمان رو فراموش کرده. خوب، دیگر در این برنامه زیاد از این بیشتر در این قضیه دیگر چیزی نمیگیم، همه قدر میگیم بفهمید و دیگر با شیطنت ها و با فریب هایی که مقامات انجام میتین داده نشوید، تا اینکه یعنی نگه که همه کار 100% است و هیچ مشکل دیگر یعنی وجود ندارد. نه، چنین نیست و یعنی که واقعا هم وضعیت به شکلی نامفهوم و نامعین قرار دارد. خوب بیننده عزیز و گرامی، اگر شما آگاهی داشته باشید، ما امروز یک نامه به وزارت کارهای خارجه آلمان داشتیم. یعنی البته میخوانیم به وزارت کارهای خارجه جمهوری فدراتیوی آلمان. محترم جناب وزیر، ما نمایندگان جامعه شهروندی، فعالان سیاسی، آزادیخواهان و مخالفان سیاسی که بیرون از جمهوری تاجیکستان زندگی و فعالیت داریم، با احترام زیاد این مراجعت را با شما ارسال می‌نماییم. با نگرانی عمیق به اطلاع می‌رسانیم که سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی آلمان جناب امام الدین ستاروف از مقام و امتیازهای دیپلماتی خود سوء استفاده نموده و فعالیت‌های دست می‌زند که بیرون از دایره وکالت و عهده‌داری‌های رسمی دیپلماتی قرار دارند. طبق اطلاعات موجوده، فعالیت مذکور به دستور و سفارش‌های ساختارهای امنیتی جمهوری تاجیکستان علاقمند بوده، جمع آوری معلومات درباره شهروندان تاجیکستان از جمله مخالفان سیاسی و فعالان آزادیخواه را در بر می‌گیرد. همچنین با مساعدت و سهم جناب ستاروف در قلمرو آلمان، سازمان با نام پیوند که البته گفتیم فیروز رئیسش، یعنی که خوب دیگر فهمیده که برنامه 312 نشر کرده بودم، اگر دقت داده باشید، این هم پیوند فعالیت می نماید که خود را هم پیوندی که در آلمان روز 16 نوامبر سال 2025 یعنی که روز جشن پرزیدنت با یک شکلی خوب دیگر کنسرت گذراند، خوب دیگر نازیه کرامتلو را دعوت کرده، بعضی بزغالوها در آلمان هم رفتن اشتراک کردند. این هم پیوند است. خب دیگر وقتی گفته بودیم که کار میکنیم، الحمدلله این بچه‌ها به همین شکل الحمدلله دست جمعی همین کار انجام دادیم. سازمان با نام پیوند فعالیت می‌نماید که خود را همچون تشکیلات جمعیتی معرفی می‌کند، ولی در عمل طبق معلومات ما با فعالیت تبلیغاتی و اطلاعاتی ساختارهای امنیتی حکومت تاجیکستان مشغول می‌باشد. گذشته از این معلوم است که توسط این شبکه از برخی دانشجویان و شهروندان تاجیکستان که در ساحه‌های گوناگون از جمله بخش خدمت رسانی و مهمانخانه‌ها فعالیت دارند، طلب کرده می‌شود که درباره جای کار، فعالیت خود، همکاران و مسافرانی که در آن مهمانخانه‌ها اقامت می‌کنند معلومات جمع آوری و با سفارت پیشنهاد نمایند. خب دقت دید، یعنی که در مسئله منظور سفیر چگونه یعنی معلومات با وزیر خارجه آلمان دادیم. اینچنین یادآور می‌شویم که جناب امام الدین ستاروف در سال 2014 2021 وظیفه سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه بر عهده داشت. برای اکثر مهاجران معلوم است که در آن دوره به هماهنگی با ساختارهای امنیتی روسیه صدها نفر شهروندان تاجیکستان با راه‌های گوناگون از جمله غیر قانونی به تاجیکستان انتقال داده شده، بعداً مورد تعقیب و محرومیت از آزادی قرار گرفتند. همچنین معلومات وجود دارد که او از زمان دانشجو با مقامات امنیتی سابق شوروی همکاری داشت و تا حال رابطه‌های خود را با ساختارهای جاسوسی روسیه نگاه داشته است، یعنی KGB. با در نظر داشت گفته‌های بالا، ما با احترام از شما جناب وزیر خواهش می‌نماییم که فعالیت چنین شخصانی را که تحت نقاب مقام دیپلماتی عمل نموده می‌توانند به امنیت ملی، ترتیبات حقوقی و امنیتی جامعه آلمان و پناهندگان و شهروندان تاجیکستان در آلمان تهدید ایجاد نماید، همه جانبه مورد بررسی قرار داده چاره‌های دخلدار را اندیشید.
ما امیدواریم که وزارت کارهای خارجه جمهوری فدراتیوی آلمان همچون نهاد پایبند به معیارهای حقوق بین المللی و ارزش‌های دموکراتیک به این مراجعت بی‌اعتنایی نخواهد کرد. با کمال احترام، نمایندگان جامعه شهروندی، فعالان سیاسی و مخالفان حکومت جمهوری تاجیکستان، در پایان چند نمونه از بازداشت و زندانی شدن شهروندان تاجیکستان در روسیه را پیشنهاد میکنیم که این موش نمونه خیروار است و جناب ستارov برنامه دارد این گونه عملها را در آلمان هم پیاده سازد که البته به یعنی که همه آن سلکه هایی که در آلمان چه کارها انجام دادن به وزیر کارهای خارجه آلمان ارسال کرده شد. و البته به خاطر اینکه مردم همین چی نام دارد، همین آنچه که ما نامه‌ای که آماده کردیم، البته اگر بتونی در اکران بمانش تا اینکه مردم ببینن، یعنی ما در اکران بمانی همیره. خب بله، من حاضر روان میکنم تا اینکه مردم بیشتر آگاه تر شوند از قضیه ای که خب همون چیزی که در یک ماندگی هست تا زیر 1 دقیقه. بله، خب این از زیر همین. خب همه آن نمونه کارهایی که توسط بزها و توسط افراد دیگری که در آلمان این سفیر تاجیکستان در آلمان انجام داد، البته به وزیر کارهای خارجه آلمان ارسال شد. با کمال احترام، نمایندگان جامعه شهروندی، فعالان سیاسی و مخالفان حکومت جمهوری تاجیکستان، در پایان خب اون چند نمونه که از کارهای انجام دادگیش البته ارسال می شود. یکم مهمانشاه شریف زاده، فعال جامعه شهروندی، جامعه شناس. دوم عبدالستار بوبایف، رئیس کمیته شهروندی نجات کارگران و زندانیان سیاسی تاجیکستان. سوم جمشید یاروف، حقوق‌شناس. چهارم سهراب جهان، فعال جامعه شهروندی. پنجم منوچهر کوهستانی، فعال سیاسی. ششم عبدالقادر شیخوف، رهبر جمعیت تاجیکان نور آلمان. هفتم شهرت رحمت الله، روزنامه‌نگار. هشتم احمد کریم، فعال سیاسی. نهم دلشاد شریفوف، رهبر گروه 24. دهم محمد اقبال صدرالدین، رهبر حرکت اصلاح‌خواهان تاجیکستان. 11 شرافالدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان. 12 فیروز حید، روزنامه‌نگار. و 13 عظیم جان یقینوف، فعال سیاسی. خب بیننده عزیز و گرامی، چنانه که یعنی که در عکس انا همین چیزی که میبینید، انا همین نشر شد در پایگاهی یعنی که رفرمیست تاجیکستان تجه، یا اینکه همین حرکت اصلاحات خواهان، که الحمدلله این هم با جامعه اول با سفیر با وزیر کارهای خارجه آلمان و یعنی که در رسانه ها هم انتشار یافت که این دلالت بر وضعیت و حالتی که یک سفیر کشور خودکامه چگونه به چگونه جنایت ها و به چگونه کردار و به چگونه عملکردها دست میزند. و امیدوارم که انشاءالله این یعنی نامه‌ای که ما کردیم وزیر کارهای خارجه آلمان این را به اینوبت میگیرن. البته نامه به زبان آلمانی ترجمه و ارسال شد و امیدواریم که بچه‌هایی که در اصلاحات خواهان انشاءالله در قضیه ترجمه این با زبان انگلیسی هم در سعی برادران دیگری که همراه با ما در این همه جامعه شهروندی تاجیکستان، مخالفان سیاسی و افراد معروفی این کشور که در خارج از کشور زندگی میکنند و از وضعیت و حالتی که بر سر تاجیک و تاجیکستانی آوردند با خبر هستند و امضا گذاشتند، این نتیجه میدهد که یعنی که کار و حالت بز و بزغاله هایی که در آلمان هستند، یعنی که یک جایه با یعنی پدرود گفتن حیاتی امام علی رحمانوف، یا این که کرخ و مرگ سیاسی، یا این که زندان شدنش، یا این که از بین رفتن رژیمش و هر حالتی می شود، این همزمان با بز و بزغاله و همون افرادی که با یعنی که مقامات رحمانوف در آلمان همکاری میکردن پیوند، یه دیگه قاری و اولیا و یه دیگه حاجی و یه دیگه بزرگایی که قطعی بزغالا بودن نموشان نوشتگین ایک لو دیگه همش موردی توجه
خاص عام اول در یعنی که نزد مردم شرمنده میشوند، در نزد خدا شرمنده شویشان معلوم است. و خوب دیگر که دیگر همه دیگه میشناسنشون، افرادی که همه وقت انسان وقتی که منافق شد متزلزل شد، یعنی منافق فی درک اسفل من النار است، اینا همه میفهمند. و اونانی که در آلمان با این بزغالاها همکاری کردند و کاری انجام دادن، انشاءالله که به کیفر اعمالشون حتما خواهند رسید و شرمندگی و رسوایی اونها در یعنی که این دنیا قبل از آخرت انشاءالله به معرض نمایش در نزد تمامی ملت و مردم انشاءالله که به نمایش گذاشته می شود و انشاءالله از وضعیت و حالت اونها تمام مردم هم آگاه می شوند. دیگر ما در اینجا هیچ رحمی نداریم و رحم کردن در مقابل بزغاله این ظلم کردن بر یعنی آزادی است، این ظلم کردن بر یعنی یک وضعیتی هست که انسان گویا به آزادی انسان تحقیر کرده است. به همون خاطر دیگر انشاءالله که تصمیم ها عمومی هستند، دیگر به هیچ نفر از بزغاله از صرف نظر از علمیت اون، از جایگاه اون، از شخصیت اون فرق نداره که کی است. اون یگان آدم معروف است، اون یگان آدم عالم کلان است، اون یگان یعنی که هر کسی است دیگر مهم نیست. یعنی که عمل کرد و یک جایگی بدن با اون در مقابل رحمان افکو یگان کار نکرده، همت خب بده. علال اقل در مقابل افرادی که با ما ایستادگیان همکاری با اونها نکنی. اگر در یعنی که گفتن سخن حق یعنی که قرصک نمیزنه و جانبداری نمیکنه، لااقل در یعنی که گفتن سخن باطل سویستاک نکشی آخه. یعنی وقتی باطل میگن چقدر نزنی آخه، همین آدم باطل گفته تو قرصکش زدی گویا جانبداری همون هستی. یعنی این دلالت بر همون میکند. به همون خاطر دیگر شخصیت ها کاملا شناسایی کرده شدن و هیچ رحم دیگر به هیچ نفری که در آلمان به این قضیه ها دارد و این چنین کشورهای دیگر هم که چنین کارها اگر صورت گرفت حتما انشاءالله باز هم همین ما هستیم و به مقامات کشورهای اروپایی حتما یعنی که اقدامات خودمان انشاءالله که ما انجام میتیم تا اینکه بیشتر قضیه هایی که روش البته برادران گروه بسیار شنی که برادر دلشاد شریفوف در قضیه همین امامدین ستاروف یک برنامه مخصوص داشت، از شخصیتش معرفی کرده شد. میتونید که تماشاش کنید ببینید چگونه معرفی زیبایی کرده است. و خوب دیگر از بزغالاهایی که یک تا ما البته به نمایش میگذاریم شو گذاشتیم شو چند خیشه تونستیم و بازم روشون کار کرده ایستیم و بازم به همین قریبی یک چند معلومات جدیدی از همین پیوند برای ما رسید. از نعمتزاده کنسول، از افراد دیگری که یک پاسپورت تا 10,000 یورویی فروختند که اساسی پاسپورت فروش اساسی فیروز است و افرادی که با فیروز همکاری دارند، شریفی، خوب اونو پولیشای، ابو بکرای، خب چند نفر دیگه هستند اینجا که موقع یک لو دیگه بزغاله را همشان نامشان میگیریم، ولی مهم که هر افرادی که با این بزغاله ها یک جا هستند بدونن روزگاری سیاهی را انشاءالله بر سرشون خواهد آورد. از محویت و محرومیت پیشواشون شروع شده تا اینکه به افرادی که یعنی که ضرر و ظلم بر مهاجر و به مخالفان سیاسی کشور در بیرون کشور انجام دادن، حتما انشاءالله ما در این قضیه ها کارهای خودمون انشاءالله که انجام میدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا رسیدیم به نهایت قسمت اول برنامه منبر مهاجر که همیشه شما آگاهید که حدود 48 یک ساعت در قضایای آغازین و آن چیزی که مربوط به وضعیت‌های عمومی کشور و وضعیت اروپا و مهاجرت و این در قضیه‌های که مربوط به مبارزه است میگیم. و در قضیه دیگری که میخواستم اینجا یک بار دیگر همشون گذرا بگمش برم، این همون ملیساهای یوسف، ملیساهای جک چن یا که همون رمضان رحیمزاده است که واقعا مردم به یک وضعیتی بد آوردن قرار دارن. هر یک نفر از زنگ زده ایستن بیا مطرب میبخشیم، خیلی صداهای زیادی، نوارهای زیادی به دست ما رسیدگی، یک نوار دو نوار نه. البته ما اینها را همش جمع میکنیم و یعنی که تقدیم ملت و مردم البته خواهیم کرد. چرا؟ چون مردم بیشتر بفهمند که چی وضعیت و چی حالتی قرار دارد که دعوت میکنن. یک برادر
من خب تقریبی همه گپش میگم. تقریبی منظور از تقریبی گفتنم همین است که مبلغ و بعضی از حادثات تقریبی میگم تا اینکه هیچ ضرر یعنی که به برادران مبادا نرسد. با همون خاطر تقریبی میگم بعضی گپ را تو وضعیت خوبتر مردم تنها بفهمند که همین حالت است. دیگر تمام ما چی است اون حدود ماهی سپتامبر اوگوست برادران را بازداشت کرده بودند. بازداشت کردن برادران در تاجیکستان بازم میگم در وضعیتی همون برای گذاشتن لایک بود یا اینکه 1000 سومه همه قدر به اصلاح روان کردگی بوده است. قپیده بودن و حالا برادران زنگ نزنی خواهش میکنیم ساوند که کردن. وقتی زنگ زدن شد بعد زنگ بزنی. وقتی که رفتن گفتن که ما را به همین وضعیت به همین مصیبت ما گرفتار شدیم چیکار کنیم. من براشون گفته بودم اونجا که یگان کار نکنید و نیاز ندارید شما با یعنی که پول دادن و این مسئله شما را هیچی از جوابگری آزادتون نمیکند. من براشون آشکار گفتم ولی بازم گفتن نه اگه خواهی ما هم تشهید همین کارم میکنیم خواهی که بیا تمام. والله اعلم 150,000 سومانی دادن. 150,000 سومانی برای یعنی که همون دادن و یعنی که بسیار گپای زیاد شدگی بود. دیگه زیاد شرح نمیکنم. همین قدر میگم که همون ملیسا از دوشنبه گفته زنم 3 طلاق کی یگان کس نمیگم که همین تدره دیگه یگان کس فریاد نمیکنه. نهایت ماه دکبر زنگش زدن پول تموم شدگی ده که باید که اکو بچه نگفت منه یعنی چند روز پیش خبرم کرد برای میفهمه که میگم خوب بود کرد یعنی که 150,000 شکرتن زن طلاق قسم خودن باز زنگش زدن که بخیر بکرد بیا که کار داریم اگر نیای موتور در روز اسکت میتیم. یا که تو گفتی زن 3 طلاق قسم خوردم 150,000 سومانی براردم دادم بو چی دا بیام مخیمن ای خواهی بار بیا کار داریم میره پروستاتا کمتری یگان گاب نیست خواهی تمت اینجا ای بچه تو او ما زن 3 طلاق قسم خوردم بخیر بیا خروج تمام میخیزم میره میقپم 5 سال ترمش میکنن. فهمیدی سه یعنی هم پلتا میکنن هم باید با دل را توری کنن براوه. انا به همون خاطر هر چی که شما مقامات رحمان و فامیلیسو را پل میتیه باید برادر دیگه روز خوب دیگه نمیگم مبلغ هم قپل دادیم گفتن که دیگه فایراتون میکنن شما را حتما فایراتون میکنن. حتما همین یه بار نام غلطی 5,000 4,000 دلار دادی بدون که نومیت نوشتگی حتما بازم فایرات کرده میشه بازم یعنی که ترا حتما فایرات میکنن باز پلتا میکنن میگیرن. با همون خاطر گاوی جوشو نکنی خطونه. گاوی جوشو شدن شما یعنی که به ضرر شما است. شما نباید گاوی جوشو باشه. شما نباید دیگر فقط یعنی که بجوشانتون پلاتونا بکنن بگیرن. مقامات رحمانوف یگان تاش ایمان نداره زن 3 طلاق ندارن قسم ندارن اونها عهد ندارن پیمان ندارن خیلی که رحمانوف برای پول و بوی چیزا میتیه اینمی مقاماتش هم همون خیلی 150,000 سومونی میگه داشته باشم من 10 زن میگیرم یا زن چیه یا زن طلاق میکنم با زن دیگه میگیرم میگردم. بهترین سیاستی حکومت رحمانوف با همون خاطر فریب نخری دیگه. هیچ زورا میکنن بخیزی بگردی بیایی پیشوا ملت شما را میبخشه که ما شما را نمیگیم که تو در پیش قانون جواب میگو اگر تو جنایت کردگی باشی جواب میگو خیلی ولی با طری آسان ترش میکنیم یعنی که احترام که 25 سال دادنی باشن خیلی 8 سالک میشینی. بعد دیگر آگاه باشد فریب نخری ولی اگر رفت قپیدن تو با هم ترتیب کردن با میگم خوبتون کرده تو همین امکان ندارد که شما در قضیه یعنی که وضعیت به همون شکلی که میخواهید خودتون انجام بدید. پس این کاراتون کارهای خیلی بد و کارهای خیلی یعنی غیری تصور شونده هستند. به همون خاطر در قضیه هیچ وقت کوتاهی نباید داشته باشید و رفتن شما و برگشتن شما به تاجیکستان به خاطر این که بریم ما پول بتیم با بگردیم بیم خودتون یک گاوی جوشو میکنه و فقط باید برای اینا را شما پول بتید دیگه هیچ راهی دیگری در مقابل مقامات رحمانوف ندارد و خودتون رفته و فریب نتید در این قضیه تا اینکه بره یعنی پول بتیه با بکرده خیلی اگر پول زیادی داشته باشه بره پولتون دادن بگیره یکون مشکل نداره بره پول میتیه و میگردی میگه قگه کار میکنه قرضه میکنه که با زنگت میزنه با پول روی که میگه
بومگرم پلاروی کنی خی های یاشم اومده باشه اگر که قپل دار باشه با ملسوی رحمان فپل دادن پس دیگه اگون مشکلی وجود نداره. انا با همون خاطر خوب دقت بتید بیننده عزیز و گرامی وقتی کار انجام میتید تو یعنی با بنبست و با مشکلات های زیادی گرفتار نشه انشالله. خوب این آگاهی دیگری بود که با دوشی ملت و مردم و مهاجران کاری که در روسیه و در دیگر کشورها قرار دارند گفتیم. و برادران گرامی در مورد اینکه یکی از برادران نام نمیگیرم من خودم بفهمه یک برادر برآمد گفت که فلان کار شده است پس همون برادر از زنگ بزنه یعنی ما را زنگ نزنه یعنی ما اون چیزی که محمد اقبال خودش من گفته استم که با ملسه رحمان پل نتی میتونی بنویسی السلام علیکم و رحمت الله برای چی ما پل نتیم من جواب میگم ولی یک برادر در یک برنامه گشت گفت که فلان گپ شده است فلان که هم برادر را زنگ بزنه یعنی من با گپی گفتگی یا برادر دیگه جواب نمیتونم گفته و یا برادر دیگه در گپی گفتگی منم جواب گفته نمیتونم ما اون چیزی که امید مورد رحمان رو میگیم هممون جواب میگیم برای چی برای رحمان یاد از غارتگر تجاوزگر یک دولت تشکیل کرده است که یک دولت غیر قانونی را همه میدونه خطا میدونیش نیاز به پرسیدن نداری ولی یک وضعیت تشکیل شده است که یک برادر گپ میزند پس همون برادرش مو زنگ بزنی نه اینکه از من بپرسه یعنی من یک چیز نمیدونم نمیتونم یگان کسته یگان مشورت در مورد هیچ جا رفتن و هیچ دروازه کشوده شدن و هیچ این طریق گپا من نمیدونم نمیفهمم من یگان چیز میفهمم همه ملت باید از درون وطن بر علیه رحمانوف کار انجام بدن و آزاد شوند من دیگر راه دیگری و چیز دیگری نمیدونم پس از من نپرسه اون چیزا را خواهش میکنم یعنی آدمای ندیدگی دیدگی رو بفهمون نوش که نمیفهمن نمیفهمیدگیش بفهمونه که اون چیزی که با من مربوط نیست پس دیگه بزغال امنیتی پیدا شدگی حضرت باید ما رحمانوف بکشیم هم گپو مقصد که امنیتی ده خب باید که لبوی کار کنن که ما را گناهگار کنن به یگان شکل کو دیگه میبرن انا رحمانوف ایمان 5 متر و 300 دیگه چیکارش کنم کسون برای پیشونیش ما چک چیکارش میکنی دیگه اکم باید ما یگا بگم ده بعد و بگن که دیدی یا آدم کشن نمیترین ما آدم کش نیستیم ما برای میخوام میگیم رحمانوف خدا نکشه در قبل ما بوتیش تو اینکه ما مردک وره نگهبانیش میکنیم میبینه که چطوری نگاهش میکنیم به همون خاطر ما میگم ما آدم کش نیستیم ما یگان کاری غلط هم کردنی نیستیم پس اونایی که یعنی که فکرای داره که با ما طوری نمیگیرن از ما نپرس یا آدم میگه رحمانو در پیش من 3 متر و 300 دیگه چیکارش کنم اكو گویا که ما هم احمق هستیم که سوالای ما میکنن که گویا ما بگیم که یا کورکو بزنش تو اینکه امورا بگیرن بران شما میتونم بگن دیدی محمد اقبال چی گفت اون خاطر این طریق کاری کودکیتونه برای یگان شاقلای شو نمیدونم فلانی را برای نورا پرسی طریق چطور ما را نپرسی ما طریق پر نه جوابتون میگیم نه یگان کس ما طریق پرم بپرسه خواهش میکنیم یعنی که وقتتون هم به فایده نگذرونه و پروژه هم نکشید در طریق کارو یا اینکه ما بعضی از کارو کرده استیم بعضی از چیزا نوشته استیم همون را ما چیکار کنیم طریق ما را نپرسی طریق ما کاری خودمون نقشه خودمون داریم ما کاری خودمون داریم ما کاری که میکنیم میدونیم که چیکار کنیم اونا ما یگان یعنی که قل محمد نمیپرسیم که چیکار کنیم ما خودمون پروژه میکشیم خودمون کارمون میکنیم یعنی که آرامانه بعد یعنی که چیزی که معین هست به همون خاطر در قضیه یعنی که چیزای غیری که از ما مربوط هست به ما مربوط هست از ما نپرسیشون اونها چیزی یعنی که به ما مربوط نیستن خوب امیدوارم که انشالله این قضیه هم فهمیده شد و دیگر امیدوارم در این قضیه بزغالتون نختون غم میتید نه ما را غم میتید نه می نویسید یگونش ننویسید ما تیممون معین است ما تیممون رحمانوف است و رحمانوف باید دست این ملت بخره و یگان کاری غلط کردنی نیستیم و کاری غلط هم نمیکنیم و همون خاطر این قضیه را خوب آگاه باشه اگر یگان کاری غلط هم کردنی باشیم میفهمی بعد که ما کاری غلط کردنی نیستیم و همون خاطر در این قضیه نه غم بتیه نه فکر کنی که ما یگان احمق شما را یگان خیلی جوابتون میگیم یگان کار یگان گپ یگان چیز و همون خاطر در این چیزا فایده تون نداره خوب این مسئله فهمو شد در مسئله قضیه برادرانی که خوب این ماه همون 125,000 روبل که باقی ماندگی بود از برنامه‌ای که ما صورت میگرفت یعنی که 125,000 روبل ماندگی یعنی 1150 روبل ماندگی یورو ماندگی است همون برای پرداخت کردن برادران 2 نفر میشه پرداختش میکنید 3 نفر پرداخت میکنید ولی مهم همین قضیه را باید یعنی تا نهایت ماه تمام کنیم خب این امروز 28 است
یک بار همی اصلاح یوتیوب در پیش در تماشا داری بدرو بگرده همی قفا یکم ینور تا همی روز 28 ماه کدام روز خالی به برنامه دیده تصور که یک بار بدرو مردک باره از همی یکم ینور تماشا کرده تو 28 ینور بیار. اینا برنامه داشتیم پریر داشتیم پیش از او داشتیم همین خیلی تو روز یکم ینور بزبره همه همین برادرها زحمت میکشن. با خدا قسم این کار آسان و کار بازی نیست که شما فکر داشته باشید که یگان کار عادی است یگان کاری یعنی که چی است. همون خاطر تو زیر رحمان کمک کرده هم فریبتون کرد و حسرت برای شما است در راه مبارزه هم همکاری کردن تون فراموش نکنید. تو در هر کشور دنیا هستی هیچ مشکلی نداره. این همی مبلغی که باید ما پرداخت کنیم 1250 موندگی توسط پیپال باید پرداخت شود. برادرای که تا اگر بگن که توسط پیپال ما خودمون مستقیم میگذرونیم با خدا قسم ما با روزی مستقیم بگذرانمش. یعنی ما هیچ نیاز به هیچ چیز من ندارم یا که ما اصلاح ما نیاز به مبارزه دارد و مبارزه نیاز به دستگیری شما دارم. تمام. یعنی این همین چیزا رو باید هر یک قدمی که در مبارزه هستی فکر کن. یعنی تو در روسیه هستی، در امریکا هستی، در مثلا اروپا هستی، در آلمان، در فرانسه، هر کاری که میتونی در مقابل رژیم دستگیری تون انجام تید تا اینکه بتونیم کارهای را انجام داده. یعنی مبلغ عمومی که از برنامه باقی ماندگی است 1250 هست. پس همینا یعنی که یا از 125000 روبل همینا کوشش کنیم تا اینکه پرداختش کنیم و مسئله معاش میمونه که انشاءالله هم برادرانی که مربوط به معاش هستند کار انجام میکنن الله ازشان راضی باشد. یعنی که کارتون انجام بدید تا اینکه ما بتونیم وضعیتی که برادرای کار میکنن یعنی توقف صورت نگیرد. مثلا روز 31 برنامه سیمیکا نیوز ککشتیک باید تماشاش کنی بچه کار کرده ایسن اما من با پیش او کار کرده ایسا بودم که فکر کنید. یعنی ما برای برنامه که تو روز 31 تماشاش کنیم ما از روز 20 نقشش کشیدگیم. تو برنامه که باید 10 فوریه تماشاش کنی ما از امروز نقشش کشیدیم تو 10 فوریه برنامه را تماشا کنی. الان برادرایی که زحمت کشیده ایسن یعنی که دستگیری شما مهم است. یعنی که هیچ مشکل برای بسیار نیست که کمکی که انجام میدید توسط پیپال یعنی که یگون کس نترد در فکر کس نمیفهمد. بعضی برادران از زیاد بودن از هنگ کنگ بودن از خیتای بودن از ژاپن بودن یعنی که زحمت‌های خودتون رو بکشید خواهش میکنیم دستگیریتون رو فراموش نکنید تا اینکه بتونیم برادرها به هر شکلی که ادامه رفته است از کار همین شکل ادامه دادن بگیریم کارمون انشاءالله. خوب همین بود انشاءالله. عکسایی که اصلا میتونید که دلیلشون کنید تو برادرانی که وارد به برنامه میشوند. برادران در قضیه نظرسنجی که گذاشتگیم در نظرسنجی اشتراک کنید تا اینکه نظرسنجی شما اشتراک کردن در نظرسنجی خیلی یعنی که مهم هست. اشتراک کردن شما در نظرسنجی یعنی که نظر شما را فهمیدن مردم میشود و مردم میتونن که نظری یعنی که تمام ملت و مردمی که دست مبارزه میزنند میخواهند بفهمند. به صحت و سلامت بدن رحمان رو باور دارید. نه این نوارها کهنه‌اند. 90% میگن نوارها کهنه‌اند، 10% میگن که بله پیشوا صحتند. 10% مردم پیشوا را یعنی که صحت سالمش میبینند. خوب بله ما هم خرسندیم که پیشوا صحت سلامت باشه تا اینکه در قپی ما بخوره و ما هم بتونیم که انشاءالله همه اون چیزی که انجام داده است ایپاتی که بنیش این ملتی جنایت انجام دادگیش انشاءالله که در پیش این ملت جوابگو باشد. خب 380 لایک و 11 نفر دیگر مانده است 13 نفر دیگر مانده است به 227,000 نفر رسیدن. 13 نفر پس این 13 نفر اولی ایتری از 500 کسی دیگه پادپیسات میکنه با آدمای جدیدش پادپیسات میکنه آدمایی که اصلاح فارغ شدن پادپیسات میکنن میروند ولی 13 نفر اینا 11 نفر ماند برای رسیدن به 227,000 نفر شدن. پس به شبکه اصلاح در ابونه شدن هم کوتاهی نکنید. ابونه شوید تو یعنی که ابونه شدن شما یعنی که دست به مبارزه بردن و مبارز بودن است. 540 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده 381 نفر در گذاشتن لایک گذاشتن و باقی مانده خب 2071 نفر که تماشا دارن تنها تماشابین یعنی که تماشا کرده ایستادن. عکسای بودگی را میتونید که او دلیت کنید. عکسای بودگی بله
عکس های بدگی را دلیت کنید برای خب بهترین بله بله علیکم السلام و رحمت الله. کمو در برنامه اینا بله بله در برنامه زنده باشه اکا. اون چیزایی که شما قید کرده برای پسما برای خبیث از چند جهت اگر نگاه کنیم مردگی بدنش و یا اینکه همین زنکش گرفتگی انشاءالله همین درست است. اولا که همین سفیر بچه های گنرال بود که گنرالوگ شادیگل سعیدوف خلاص همو مردم بسیار غم میدادن تا همین 20 ماه همین ماه همه مرا مهلت داده بودن خیلی نفر را از همین 20 ماه 18 ماه این طرف خب بودم من خیلی یکم همین چیز. دومش یک چیز قید کرده که اگر در تاجیکستان یا حاجت خانه هم کشوده شوه این پسوا دوام میره قیدشش در دستش کشوده شویشه. لیکن نزد ترامپ نرفت نبود به خاطری که واقعا هم زنکش گرفتگی انشاءالله همیتا میرد تا جهنم. سیمش اکا ازبکستان وقتی اسلام کریموف گذشت در تمام رادیو تلویزیون ازبکستان ای جوانی های اسلام کریموف نشان دادن یک هفته فقط همون را نشان دادن بعد یک هفته اعلان کردن که مرده. این روز باشد در همین شب روز فقط فیسبوکی تاجیکستان همین کدومی که در تاجیکستان فیسبوکش هست همش تعریف و توصیف پیشوا همون صورتهای پیشینش یگان چیزی نو نیست 100%. بنا خلاص همین چیزها را جمع‌بندی کنیم با اون چیزایی که شما گفته مثلا فشار یکمی کم شده اونا احتیاط کرده استن راهی کلیزا با فیلم پلانی بیا گرفتگیان صغیره های گنرالوگ شادیگل سعیدوف دیگراش همه اینا علاقای در همون هنچه موشه کفتن با فکر گریختن دارم. اینا ای فیسبوک رو نگاه کنیم بله اینجا حتما انشاءالله چیزی شدگی های همین زنکش هم چنان گرفتگی های که همین تگی کاسه نیم کاسه شده رفتگی های خلاص انشاءالله این خبیث میروه اگر شما دعا کنید انشاءالله این میروه سلامت باشه مردم خلاص میخوره انشاءالله. یک دو چیز اگر روان کرده بودم تا همون را یاد بینیم با یک رسم میگم روان بکنیم تا همون گفتگی من انشاءالله اگر به نظر بگیره فکر میکنم که انشاءالله خوب است. سلامت باشه برادر. خب پناهتون به خدا. سلام با همه دوستان. سلامت باشه برادر. بارک الله. خوب سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر محمد تقویف فرما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است دکو. سلامت باشه برادر. فرما. موضوع درباره رحمانوف زنده است مرده است. نه رحمانوف زندگی شکل که ما نمیدونیم ولی نیسته، یعنی هیچ چیزی که همش که برآمده است اینو فکر او رحمانوف نبرویا دموبین یک جایی که بگه این امروز 3 ینور من در نزد همین مردم همین گپا گفته ایستم یگان نمود خیلی باور بخش نیست. این فرمان نتی دیگه ایدل خودت آزاده قطعی سنبولاغا فرمانایی که برآورده هستن این فرمانایی تو در یک کپک ارزش ندارن. فرمان نتی رحمانوف زنده بروری نشون که مردم در پیش یعنی که صورتای ارخیوی که هنر ما در کار نداریم. بله ما دعا میکنیم که وای زنده سلامت باشه، مردی وای ما لازم نیست. بله نه که در حقیقت چی گپ شدگی است که اما بچه هاش همشون راه افتادن آزاده و رستم و چی گپ شدگی است. آخه آدمی زاد 1000 زور زنی که
تمام گپایی که گفته بود بر ضد الله و رسول الله و بر ضد مردمش این برعکس شد. رستم هم میبرم به سر قدرت گفت شکست خورد. من اینا 2 سال پیش گفتم که تو همه آرزوی هوست برباد میرود. همین گفته بود که از مرگ نجات یافتن ممکن است، از انداز نیست. انا کنی برای هم نوار کند ازی که گوید که خوینای ملت من زنده هستم. من رحمان امروز پگه چندم؟ پگه 29 ینوری سال 2026. مرحمت برو کنی یک نواری هم خیل کن. بعد من یک سوال دارم، شما به همون منبعی که در خانه همون رحمان دارم گفته شما هوای هم مردگی میچه که هوای باید همین خبر میداد شما با. من یعنی که برادر محمد تقوی بعضی از قضیه های هستن که من منابعی که در تاجیکستان هستن یعنی که لگورال چی میگن، یعنی که پیوسته نیستن پیوست شدنشون، یعنی او 2 ماه پیدا میشوه، یعنی که 3 ماه پس یکی می نویسد. بعضی مقامات انتظامی هستن که روزهای معین ساعتهای معین هستن ولی اون معلومات معین داره، اون دیگه مسئله گپ نمیزنه. وظیفه اون دادن معلومات از وضعیت فلان حالت است، اون از وضعیت خانه پیشوا ای وضعیت زندگی پیشوا خبر نداره. اون منبعی که از وزارت داخله است، از امنیت است، از پروکراتور هستن، وظیفه های در پیش گذاشته شده را جواب میگه، نه اون مسئله هایی که وضعیتی که امروز رفته است. ما خاطر ما رنگ رحمانوف نیستیم که خلای همه کارا باشن، یک منبع همه چیزا باید بدونه، یعنی به این شکل نیستن مقصد. بله درست اگو ها انشالله امید داریم که یک گپ میشه این ملت خلاص میشوند از این زاغی بدمور. میگوید همین گپ شما کی پیدا کرده بود؟ سبحان الله زاغی بدمور. حقی زاغی بدمور ای لعنتی آخه چیکارش کنیم؟ زاغی بدمور ای لعنتی است. چاپلوسا من با می نویسم مسنجر که در حقیقت پیشوای ما مردگی است. من گفتم شما سبحان الله چقدر شما طرفدارای رحمان رو نمیدونن که پیشوا یا بیمار است یا درگذشتگی است. آدمی یک مسئله دیگر برادر محمد تقوی ای موضوع بیرون است. همین قریب یگان 600 نفر زیاد نوشتگیان که همین محمد تقوی در کدوم گرانیس ایستادگی در دستش بیرق باید بگذاریم چخل بریم بگذاریم قطعش همون رو مردم وقتی گپ میزنی همون رو واتساپ تا بمون تو اینکه بات زنگ بزنه، چون که من نمیدونم این گپا رو من باور ندارم، یعنی یگان جو راه هویشیدنش نمیدونم. راه هویشیدگی تاجیکستان باید بره در یگان جو راه هویشیدنش من نمیدونم طریق گپا رو، یعنی همون گپا رو مردم وقتی که میگوی پرفامون مردم من محمد تقویف در فلان گرانیسه ایستادگی مرحمت بیاید با من بگذارید تو مردم بفهمن. اونا از من میپرسن که تلفن محمد تقویف برای من بتی او در کدوم گرانیسه ایستادگی، من نمیدونم چیشون بگم دیگه. اینو نصفش امنیتی ان. من در این گرانیسه نیستم، من در گرجستانم، من در اون گرانیسه نیستم. این صحبتای من والله بالله تالله الله شاهد است، من با محمد اقبال این گپای عموما گپ نزدم و یگان سوال جواب نکردم در این باره. همون آدمی با عقل همونا کو بسیارش همونا با فکرم هم آدمای رحمان فهم اگر عقل می داشتن همونجا نام من موندگی است. بعد من یگان گرانیسه نیستم. من گفتم که کسی خواهشش باشد هستم برادرها مرحمت و میخورن، من یعنی راهنمایی میکنم رویتون جای اساسی برسیتون. من با زنگ زنیتون شما من با فقط کیا زنگ زدم، من با فقط کیا زنگ زدم که آدمایی که در پیگر قرار دارن و آدما من جواب دادن نمیتونم. من با آدمایی که لازم که باید پاسپورت خارجی داشته باشد یگان مشکلی نداشته باشد در تاجیکستان. بعد ویا من با زنگ زنم من انشالله میگم کجا رفته نکنم. من آدمای بهترین که در تماس هستم، فقط من نمیگم برام گویم فلانی که من گم بزنم به ایمدانی. هم برادر امیدوارم که محمد اقبال خوش نکنیتون برادرها، محمد اقبال خوش نکنیتون. بار دیگر قسمی حانیسی والله بالله تعالی در این باره من عموما با این مرد گم نزدم، برای اینکه این مردک راهش دیگر است. من گفتم که جوان مردا اگر خواهیم که سرزمین رو باید نجات دهیم، من آدم یافتم آنها مشورت دادم با من که فلان دولت باید بیایم برادرها ما اونجا برای قاچاقی می‌داریم با شناسنامه یعنی دیگر خیلی کردم و جوانای تاجیک می‌داریم.
این با من با قابل دادن همه صحبتاشون در دست من هست. فهمیده؟ اونا باید من با زنگ زنم، من با بعد برادرایی که اونجا بسیارش نوشتن که تو چرا خودت نمیروی. من با آدمای امنیت پیشنهاد کردم که 20,000 دلار ما تو با زاگرام پاسپورت ساخته میتونم، یعنی توجیکی. من یگان تنگا نمیتونم امنیتی با همه پارگیر و پارته این در لعنت الله گرفتار است. من یگان تنگا نمیتونم. اگر شما خواهید که محمد آقای یکم اونجا رود، مرحمت در تماس بروین کمک کنه، من چخیل اونجا روم. بسا این من زاغ نه یا عقاب نه که پرواز کنم بروم. همین راه تمام نیست. محمد آقای خودش نمیتونه رفته. این گپایی را که شما زده است شما غلط فهمیدگی یا گپی او معین است که چی است. او گپایی که میزنه من نمیدونم، ولی شما این گپای معلوماتتون غلط است، شما غلط فهمیدگی. اونجا بسیاری گپ آخه من نگفتم. من باز گفتم که توجیکی کاره کسی خواهد که گپ انیق و دقیق فهمد کجا رویم با من در تماس برویم، با ویدیو زبانok صحبت کنن. اگر در حقیقت رفت 3 آدم نه که ویدیو کرده روی کرد، 3 نفر ویدیو کردم، حجتاشون روی کردم، محاکه گفتن تیاریم، ما همه جانمو در لب محمد در غریبی ها گفتن. 3 برادر آنها انشالله رحمان بغیر از من و الله دیگر آنها هیچ کس نمیفروشد، نه اون کس میداند آنها کیستن. مقصد ما همین که بین ختم و بودن همه آدم که مبارزه کشال شد، آدمایی که خبر کشان یعنی بوزن و همه آدم بودن. ما نمیخوایم این دوی شکست کنیم. مرحمت انا همین راه کتی من شما نه کدام دولت باید رفته فرویم باید که شما رو واخورد انشالله گسل میکنه میرویم میرسیم. اونجا رفته باز گپ و چپ نشد. من همش میفهمونم که اونجا رفته باید چیکار کرد. اونجا روین شما قریب تا انشالله حرکت ها سر شدن شما باید بعد نوار بعد همون کنسترکترش میگذاری خدمت خطیشون انشالله. سلامت باشه برادر انشالله. یگان گپ برای موضوع داشتم. در آخر گفتنی بدم که مردم شریف تاجیک هوشیار باشتون. اگر این اولاد یگان کسی دیگر آمد باور کنه 30 ساله ها باز در بدر و خاک بسر میشن. باید ما هوشیار باشیم. رحمانوف امروز یا فردا خبر مردش انیق اعلام میکنند. با اون برادر گفتن که اسلام کریم و بعد 7 روز اعلام کردن. نه اسلام کریم و بعد 90 روز اعلام کردن. این خیلی با هم تیز اعلام کردن. رحمانوف 1 سال نمیدونم دوام داده با نپسونن همینجا که دوشنبه پول نبگیرد. با انشالله خبرش که رسید باید این ملت دیگر نگذارن که این اولاد این مقاماتی گرد و اطراف وای نباید. اما آدمایی که من پیشنهاد کردم منصور عمر فهملو من یعنی مراجعت کردم مرحمت کارو برو بینتون انشالله همش خوب میشه و بعد همه اینا پس پنجره بردم. رحمان رو میترسیدون. رحمان توش نه نیست تمام اکنون و گم شد. کارو برو پیش بریتون. اگر خواهیدون قهرمان رحمان و پیغمبر کو 1 کس فاتحه نمیخواند، 1 کس تمام گرد و اطرافش بی نمازی کن ناشستی حرامی نجسی خانه خدا رفتند و برگشتند باز همون پیشینه خر گشتند با سطر و حجاب رفتند خانه خدا دخترش و زنش درآمدند باز کناشون روش گشتند. آنها بیان که دعای فاتحه نمیکند. به همین خاطر اگر خواهیدون که منصور عمر برادری همون مقامات کلام بکار میکنند ما چهره شما کمتر همین کمتر انسانی همین ساختر همون بین همون مقامات رحمان رو انتخاب کردیم. تمام زندان تگی دست شما با جوانای تاجیک سر تید آزاد کنید. مصلحت کنید 1 شب همشون آزاد کنید جواب تید وطن خلاص نمی اولاد بازداشت کرده پس پنجره بردن سر کنید. فقط بعد سر شما گویند که یک منصور جان بود یک شعر الله بود که بعد 35 سال این توده ابوشه برد پس پنجره کرد. بعد سر شما رنگ زار رای و رنگ نوردین گرسخته و آنها مردم شما لعنت و نفرت نخوانند. این دنیا هیچ چیز است. میلیون دلارتان بسیار میمانه. حاضر رحمانوف کو اونقدر پول و مالش کنی خوراک بیگانه ها شد. زواد و فابریک میساخت و ملتش در غریبی برمیگردان. هوا خوب نبود. مردم در بدر خاک بسرند سبحان الله. از وطن به وطن شدگیند.
رحمانов завод و فابریکه ساخته مردمش سرجم میکرد و بعدی همین مردنش یعنی یک سخنی یک میشونید خوب نبود. 10 نفر من به می نویسم، ما همین منبری مهاجر شما پیشکی میگیرم نشر میکنم، انیق سگ مرشدگی میگویم من، برای اینکه انشاءالله رحمان این تمام می آرزوی حواسش برباد میرود. اینا من الحمدلله الله مهربان دلم به گواهی دادگی است. اگر شما منصور عمرов خواهید که فردا قهرمان اعلام شوید و هیچ کس یگان تاجیک شما را تا روز قیامت این ریشه تاجیک فراموشتان نکند، شما کلتان کار فرمایید. پول و مال دنیا همش میموند، فقط خوبیتان میموند، دستی بالاتان میموند. فردا منصور عمرов یک ظالم را اولادش تمامش بازداشت کرد و پس پنجره برگرفته، این تا قیامت میموند انشاءالله. بس سبحان الله. مردمتان کمتر نگاه کنین، چه حال و چه احوال دارن. حال مردم تاجیک میبینی هم تو دلت رش رش میشود. سبحان الله. همین بود. السلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. یا چاپلوسی دیگهش در اینجا اقبال پرستان نوشته است. اقبال یا آدم های بنده خدای، کسی اقبال پرستید او مشرک می شود، او از دین خارج می شود. محمد اقبال یک بنده خدا است، یک فرزند همین ملت است، یک مبارز است، خاک پای همین ملت است، هیچ برتری از این ملت ندارد. انشاءالله ای دستی ما چیزایی میاد که خودت بعد میبینی. عالی. بله واتساپ فرما. برادرایی که در واتساپ زنگ میزنه این آدم گپ زیست، من نتونم او را بگمش که خب که وقتی تمام کرد میگم که گپ زنه واتساپ گپ زنه. خوب. یک کلابی. بله سلام علیکم فرما. السلام علیکم اکا سوزین خوبین؟ سلامتیتون خوبه اکا جان؟ با فکر ما اینترنت ما کم کم تری رویشت کسی ایستادگی انشالله خوب باشم. سلام با کلی مبارزای منبری مهاجر همه چی در تاجیکستان تماشا کسته باشن چی در جایی که نباشم اکا سلام به همه. اگر ما بخواهیم انشالله کم ترک آزادی سخن مونم، آزادی حجابای زن مونم، آزادی ریشای خود مونم کم ترک برقرار کنیم یا برطرف کنیم، نمیگذاریم که بعد یمی مرگ یمی پدنالت یمی طاغوت یگون اولاد دیگرش بشه یا رستمی ارکمانش مقصد کمش که نباشه فرق نداره. اگر بگذاریم ایدو فوجه چورون پکلینی ده کلنمون قطین واسمون مهاجرت میویا خدمت ریشمون تونوفا اجازت قطیم داری مچتا تک تک میکنیم رنگی که سرو برادر و دیلیون جای مسافدون نه مسجد نمیگه میریم مسجد جای مسافدو استراحتی مسافدو میریم همتری میشوه. بعد این بدبخت ولی بپرسش کلمه شهادت همین رستم نمیدونه کلمه شهادت با پرگی نخیر پرست هم بلجه تاجیکی گفتش نمیتونه ولی که تصدیق کردن کلمه شهادت سمبول نمیدونه. ای وقتی که مقصد پدرش در سر قدرت اومده این پدرش هم عجب اینه ندونه تو همو بابای سنگک چی کردن ممکن میدونیست یک کمتم نماز میخوند یا چی میکردین از 34 ساله پدرنالت به نماز لوبای مسجد تاجیکستان گیجای رفتگی پریاموی با پوپشش چی مقاماتش باشه چیش ما ایدین یمی مقامات یمی پریزیدنت یمی مقصد یمی مقامات یمی تاجیکستان محمد سعید بایلوی پدیدگیم در مسجد کلو بکا بوارم کنی. الو بله صدات قطع شد. برادر کلوبی صدات قطع شد. خوب 6-1 یا 8-1. بله 8-1. سلام علیکم اکا استاد سازی خوبی. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامتیت خوبه اکا. خداوند ساز باشی در امان خدا باشی خداوند همه وقت نگهبانت باشه سربلند خانه آباد باشی. سلامت باشی برادر. چی گفتنی می برادر میگه که رستم امام علی کلمه شوه پدنالاتو ریشش نمیدونن اوخی ایناش مایل همو کلو بزرگو اینو پاتو همو
حرف الف نمیدونن ولی اینا کلمه شهادت اگه میدونن اوخی این پاتور همی گو گوسپان سوپرتایی چیز مسلمانی اینو را سوال نته که همین طرح که عزرائیل با بولوسنه بیای پاتورا نومی ماچی تگو همین طرح که اینو را خداوند اومد عزرائیل جونسون نگیرفت طری گپور اینو را نزن اینو را گپور غیش دیو حرمی گازن این پاتور شده حلویه نمیفهمن اینو 100%. یا چی گفتنی هم برادر که این پاتو اکه خدا را کوکینو کناش نقطه ندونستن اکه اینو این پاتو اگه میدونن که امون چیه شریعت چیه پاتو همه خوردگی حرام اومدگی چیز حلالی را اگر گویشو همین طوری که پاتو را تای زمین بردی آوردی شو بله من میخواهم که این پدنالتا را همین تا مردش رو نه زنده شونه قپیم زنده اینو مده در کرای برای که ما را بسیار غم دادگیان بسیار ظلم کردگیان بسیار مکو تاویو اولادوی ما را کشتگیان اینو را ما میفورم که زنده قپیم چی آرزویی که در دل ما داریم در همین زندگی مون در حق اینا ما هم کنیم اکر 100%. ملت ما بسیار مخم بیره در باره خونه سوختای به امونا یک تاش عوامی خدم پروردگار میگون که همون زنده قپمش حدانالات خیلی که میدونم چکارش کنم در وقت که خداوند اکم خیلی دعا میکنم پروردگار که ما زنده قپیم همین را مردش ما در کار نیست مردش دست حق در کار نیست مرده شد در یعنی که این ملت در کار نیست مرده یا زنده یا در کار همون سگ بار که مرده گو همین اخی همون سگ میگه هفت بار دافش که پاتا بوی خار میکنه بوی بتاب میکنه که ما در زنده اینو در کار اولاد دوستا چی گفتنی هم که پروردگار که دعا میکنیم که جونش نبرویه و زنده شقفیم ما همین که انتظاریم که همین هر روز خدا و الله میگیم که مرده ما در هیچی فایده نیست های میمرم میبرن که ما سگو میخرانش به هیچی یکی اولش که ما میفوریم که همین زنده شقفیم که همین چی آرمونه که چی عذابه که چی ظلم بودگی های دل مونا خنه کنی با همین زندگی چی پاتا در روی تمام دنیا چه پرزیدنتیایی که گذشتگیان میگذاره رنگ ای پدنالات ما رو نمیکنن فهمیدی؟ درسته برادر یک روز همین تا پیش چی میرم گایی دکمین موشن کنی میرم اکا استاد پدنالات خیلی اکا تو گذار برو اخیا اکا تو چی رای موشین مخکا و مردم چی مخکا میکنی مردم مو بران اولی وای درکش نیست اومدنش اکا میگو من گایی دروم دکمین کردم نه بیه که پیشوی گفتم بر پدر ایترام نالا در پیشو تا موقعی با مو وای چی خورد و خیلی رحم مخنا کردی موشینا او پیش خود اوی که مردم کدارم با خدا آی پرا با او پرا در این دومو مردم سر دارم ای توبه کام خدا میگم با خدا عزرائیل بیاش ما عزرائیل نمی تحصیل نکه امی ده خاکه اوودش کمی تحصیل انا میای بدبختی مو که از یک لعنتی به همین شکل با خدا بدبختی در این دنیا که در وطن ما هست یکا در یگون روی دولت نیست ندیدم نفهمیدم 100%. همون سیرجانتا که بگم اکا همیت ایمون داشته باشی نه من گفت که ایمون داشته باشی آخو پادا لایخوناش نبرومن داره آخی تو مردم اثرتی که یک کپوی از زندگی شوان یک کورسو شوان اکمو پاد نمی بیامورا هر یک گذشتگیش 500,000 نمیته که برای من مردم ما کری اینا ما گیره چیشون او پاد بو میره جو مخرش کم سر ما در اجراه دو گشناو دکریتو میمونه دا دست 100%. همیه بدبختی میگه برای کار در یک جمعه مجلسی یک کودک موبایل یمو مردم رفت خطی سلام کرد 7 مقامات یمی چیده خطی معاونوش هم مرسل کرده کل جمعه آخوی و چی کارتو میکنه آخوی تو وقتی که ترسیده همین تا می ترسیده میره آخوی برای کارتو سر میکنه برای ترماتو میکنه و شما ای خدا ترسیده و نترسیده اوه رنگ تیا و دامان همی اشتا پلوکش داری جوز میبروید سلامت باشی برای دست شما او پاد نداره خیلی که شما وای نگاه میکنید درسته سلامت باشی برادر نگاه باشه که ما همه وقت تیاریم سلامت باشی تیاریم سلامت باشی برادر
خب بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 1000 نفر در یعنی که 688 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است، یعنی که زیر 700 نفر 89% نه به این نوارا باور نداریم، نوارا کهنند. 11% میگن نه پیشوا صحت سلامت. 431 نفر در یعنی که گذاشتن لایکا کوتاهی نکردند و همگی فعالان در یعنی که چت 26 نفر فعال هستند. خب فعال باشید در نوشتن کامنت ها. هر معلوماتی که میبینید بفهمید حتما نویسید تا اینکه یعنی که چی معلومات هایی که بسیار معلومات هایی هستند که به ما واقعا خیلی جالب هستند برای ما، چی در تحلیل هامون چی در همه کارهایی که میشود. بله واتساپ فرما. بله واتساپ یا بار قبول کردم. و علیکم السلام و رحمت الله. با فیلم واتساپ اینترنت بسیار بزرگ به گپ برادر. یک دو سوال داشتم. برای چه شما مثلا دولت تاجیکستان مثلا خیر امامالی رحمان شما دیکتاتور میگید؟ از کدام سبب چی؟ که یعنی که اگر کمی رحمانوف دیکتاتور که ندونی دیگه در دنیا دیکتاتور نیست. همین یک آدم از 2 دوره زیاد که پرزیدنت شد دیکتاتور میشوه. این یگان جای دیگه شد. ما در شما سوال دادم برای چی دیکتاتور؟ برای این که دیکتاتور هست. تمام. یا آدم برای چی؟ برای آن دیکتاتور هست که 6 بار شد پر 5 بار یعنی که نامزد پرزیدنت یک چیزی معین سرقانون کشور را تجاوز کرد دتا. برای اینکه بچه‌ش گوش کردن اخی، برای اینکه بچه‌ش گرفت رئیس شهر دوشنبه و رئیس پارلمان و شخصیت دیگه کشور. تمام اویله رحمانوف سلطه در تمام کشور دماندگی. یگان تجارت در تاجیکستان در دست یگان نفر نیست. یگان نفر شهروند آزاد زندگی نمیکنه. سخن میگفتگی آدم زندان میشود. چی ژورنالیست است، چی یعنی که عالم است، چی نویسنده است، چی هر شخصیتی که هست. مردم دادوای گفته از کشور فرار دارن. 20,000 یا 16,000 سرباز لازم داره. 600,000 نفر جوانه در یک سال 1,200,000 جوانه. یعنی که چی میتیه برای اینکه بیاید از اون مبلغ بکنن بگیرن. میلیاردها سامانه از مردم بازوری میکنن، جمع میکنن. یعنی دیگه دیکتاتور اگه شاخ دومی دیگه داره، اگه شاخ باید داشته باشه که دیکتاتور شود. اینه برای هم خود دیکتاتور. دموکراتی در چیز میبینید؟ دموکراتی آزادی. در کدام دولت میبینید دموکراتی؟ اکثر کشورهای اروپایی همش دموکراتی هست، آزاد هستن. خیر امریکا دموکراتی هست. امریکا دموکراتی است، خیلی دموکراتی است، خیلی زیاد. بله برای مردم خودش بله زیاد دموکراتی است. شما دموکراتی امریکا باور دارید؟ خیر برادر گرامی هدف سوال تا بگو باور داشتن من نداشتن من تطویب من. شما بگید که شما با دموکراتی امریکا باور دارید یا نه؟ دموکراتی در امریکا خیلی دموکراتی هست. بله خیلی زیاد. وقتی که امریکا دموکراتی آزادی هست پس شو عراق میزنه، پس شو دولت اسلامی را میزنه. امریکا برای چی در چند دولت‌های مثلا دولت‌های اسلامی مثلا چی میگوید خیلی دموکراتی ما می‌داریم که در همونجا جنگ انداخته گرد در عراق ایرا برا فهمیدم همین سوال معینه. نه ما در شما میگیم که دموکرات شما در اینجا آرای دین اسلام گام بزن ریسیمیرن شما معنی دموکراتی هم نمیدونه، معنی دیکتاتور هم نمیدونه. دیکتاتور برای ما تو فهمون، دموکراتی را فهمون. مرحمت ما ایتو میخوایم با موزیم. ما در شما میگیم که دیکتاتورش که نه خلاص تو استاد ما شاگردت بستوخی تو استاد گرامی بستوخی. این همین میگمش یا آدم احترامش میکنم، میگم که تو استاد ما شاگردت همین تو دموکراتی را برای ما بفهمون. مرحمت گپ نزن، من سوال نکن. سوال با شما استاد گرامی دموکراتی را برای ما شرح دهید. مرحمت. من یکمش که طرفدار یگان چه نیستم، من پروسه که در حاضر سال زمان در یگان دولت دنیا دموکراتی نمونده است. خب خیلی دموکراتی نمونده است، پس باید ما چیکار کنیم؟ همین پیشوای امیر امامالی رحمان. خب بیس گوش که گپا
یه بار اینمی یه آدم میخوام که ادیکوات نقطیش صحبت کنم گپش زدیسم امریکا اگر تاجیکستان رحمانوفی پدنالت نیمی امریکا را قدرت میداشت دولت های منطقه را یگان تشروز نمیداد. رحمانوف هیچ قدرت نداره پشت فلان پوتین مردم را تجاوز کرده است. رحمانوفی پدنالت این قدرتی که امریکا داره اگر در لوبای آدم میشتگر لوبای کار میکرد. و همون خاطر این الانسان لیطغا ارآه استغنا. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه انسان طاغی است وقتی قدرت سرمایه را دید. رحمانوف طاغی شد وقتی پول دید، قدرت دید، جاه دید، دیگه طاغی شد وقتی که ارآه استغنا، وقتی بویی را دید. با همون خاطر از شما سوال امام علی رحمانوف آیا دیکتاتور هست یا نه؟ سوال داخل نیست دیکتاتور. پشول وان کزیال دیگه ایره چی بگویم کزیال دیگه اگون گپ نمیگویره بگو پشول وان کزیال دیگه اگون گپ دیگه نیست دایی. اگر اگون گپ یعنی که میفهمیدیش که یگون معنی داره گپش من گپش میزدم. اگر همی قدرتی که همی ترامپ داره اگر همی قدرت رحمانوف لوبوی کس میداشت یعنی که تقاوت میکرد. الله سبحانه و تعالی با همون خاطر در قرآن کریم برای ما و شما میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه و تعالی در سوره الله اعلم در سوره جمعه هست یا که در قضیه مال برای انسان دادن ولکن ینزل بقدر ما یشاء، یعنی اگر و این بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اگر خداوند به بنداش رزق فراخ میگذاشت سرکشی میکردن و همون قادر به قدر اندازش خداوند به هر کس میتیه. یعنی که وقتی که تقاوت بغاوت میکند وقتی که بایی را میبینه و همون قادر هر کس پول قدرت برداشته نمیتوند. انا همین است یعنی که بدبختی انسان. ما منظور از آزادی که در اروپا میبینیم ما هر یک مصیبتی که میشوه مردم میخیزند در مقابل حکومت میستن. واقعا یک کشور فرانسه یک کشور دموکراتی است تماما نمیتونن بازیدی مردم ایستادگی کرده و خدا قسم لوبوی کورشوا از معلمش سرکردگی تو یعنی که تمام استرکتورای پرافسیوز میخیزن بازی دولت میستن یگان کار کردن نمیتونن. سروازیرش هم میگیره چند بار ایوازش میکنه با پرابلم نمیشه دمویی قبولش نمیکنن نمایندای یعنی پارلمان مشکلات میشه میگیرن میمونن ایمپیچمنت میگیرن میمونن پرابلم. این دولت از دولت آزاد میکنه یعنی نمیتونه برای مردم یک چیز تحمیل کنه. ای اخی رحمانوف دیکتاتور نیست. برای چی؟ برای که ترامپ شو مردم آزاد، برای که ترامپ دولت اسلامی رسید است. رحمانوف دیکتاتور نیست. انا تو پای برحمش چی بگیم اخی 7 پلوس 70 7 پلوس 70 7 پلوس 70 برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی. پروردگار برادر محمد اقبال این دعای مردم مهاجر قبول شدی شابل رحمان. پروردگار ابی که اخیر رحمانوفا رنگی سگ کرد. رنگی سگ میگیرن اینجا باجوش میرن مرداشا میگیرن اونجا باجوش میرن مرداشا رنگی سگ ستور سگان میخیله. برادر محمد اقبال وقتی که سگ هینی مردانش هینی میدونه که من برم از صاحبش از خونش میروه یا رای دور میروه که صاحبم نیوه. خود رحمانوف میست که همون سگ شدگی های این مردمی ما را بی رحمانوف ترسوندگی شویه در زندگیش در زندگی رحمانوف بله با چی میگوی؟ گپ تا جواب دادیم. رحمانوف که وقتی که سوال تا جواب دادم سوال میکنم که شما آمریکا را همچنان دولت دموکراتی آزاد همه چه اگر گوش که همین رحمانوف دیکتاتور هست سوال من در شما سوالتون جواب نمیگویم. تو نگوی که همین رحمانوف دیکتاتور هست یا نیست جواب نمیگیری دیگه. رحمانوف دیکتاتور هست سوال پشال وان تمام دیگه زنگ نزد زبلک گیرود من قطعیت کار ندارم دیگه کی خوخی هم یک گپا گفتند که وقتی که گپا میگند بفهم آدم وقتی که گپ میزنن یعنی که بفهم تو که یعنی یا آدم میگه که شوای روز شوای میگن که روزه چه خیلی خطی گپ زنم دیگه
гап задан қатъи фоида надорад. бале бародар 7 плюс 70 ки 7 плюс 70 биё. баъд бародар Абдулло бале 7 плюс 70 خب برادر 7 پلوس 70 بعد میآید گپ میزند. برادر عبدالله هستی؟ برادر عبدالله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب برادر عبدالله انشالله صحبت کنید، من وارد میشم از این نماز میخونم میدرم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، البته چند گویم که هفته‌های اخیر ما مشاهده میکنیم که رحمانوف در رسانه ها نیست. خیلی که محمد اقبال در برنامه گفته گذشت، ما میبینیم که از جانب رسانه های جمهوری تاجیکستان گویا که رحمانوف با مقامدارا روبرو میشود و میخورد و گویم که تصمیم هایی که رحمانوف گرفته است به آنها میدهد که چگونه با خلق یا که با مواد مخدر چیکار کنند، مبارزه برند. لیکن مشکلات مردم، مشکلات جامعه در این مسئله ها گفته نمی شود. گویا که یگانه مشکلات تاجیکستان مبارزه با چه است؟ با مواد مخدر است. حالا اینکه ما میدونیم که سالهای اخیر از همان روزی که رحمانوف بالای حاکمیت آمد، اینها هر سال با همین مواد مخدر مبارزه میبرند و هر برنامهشان تاکید میکنند که ما باید که مبارزه بریم. سوال در اینجا میآید که از کجا مواد مخدر به یک دولت وارد میشود؟ گناهکار این کی است؟ مگر خود رحمانوف نیست که اگر همین نفر اجازت میدهد؟ خویش و تبارهای این نفر با همین کار تجارت مواد مخدر مشغول هستند. به یاد شما میبیارم سالهای 2011 بود، از دو خویشاوندان رحمانوف را با مواد مخدر تقریبا نمیدونم 250 کیلو بود، از یکی شهرهای روسیه دستگیر میکنند و بعد این رحمانوف چیکار میکند؟ دو همون لوچیک هایی که از جانب روسیه بود از افغانستان میپریدند برای گویم که زاپراوکا با دوشنبه با سمالیاتشان می نشینند، اونها رو دستگیر میکند و چند وقت در همون زندان دوشنبه نگاه میدارد تا آنگاهی که روسیه خویشاوندان رحمانوف رو آزاد نکرد، این دو لوچیک هم آزاد نشدند. از برای همین کلا مشکلاتی که هست همش با همین خود رحمانوف وابستگی دارد. اگر رحمانوف خواهد یگان گیرم در داخل تاجیکستان مواد مخدر نمیماند و هیچ کس هم جرأت نمی کند که چی با مواد مخدر سر و کار داشته باشد. باز یک چیزی که هست که امروز به همگان این معلومات رسید یا نرسید، در فرودگاه دوشنبه خیلی که هر سال اونها چی میدهند؟ بیانیات میدهند. این سال گذشته سال 2025 یگانه از فرودگاه بین المللی دوشنبه 1585 تابوت شهروندان تاجیکستان وارد تاجیکستان شده است. حالا در همون بیانات گفته می شود که ما نمیدانیم که از دیگر ایرپورت های فرودگاه های تاجیکستان چند تابوت وارد شده است، معلومات مشخص نیست. باز با راه زمینی چند قدر تابوت ها یا که مرده های مردم تاجیک وارد شده است، معلومات مشخصی نیست. 20 سال پیش گویا که در یک سال اگر 1000 تابوت به تاجیکستان میرفت در مجموع از روسیه، امروز از یک فرودگاه دوشنبه 1585 شهروند تاجیکستان مرده اش به تاجیکستان می رود. با صدها نفرشان امروز ما می دانیم که در بین تاجیک ها پهن شده است و این برای که خرج مرده رو به تاجیکستان بردن خیلی گران هست. چیکار میکنن؟ در روسیه امروز به خاک می سپارن، در همونجا جنازه میکنن. باز به این چیز کی گناهکار است؟ البته سیاست نادرست حاکمیت.
که مردم چی شدن؟ مجبور شدن که این وطن رو ترک کنن و دیگر کشورها روند و در همونجا یا کشته شوند یا از گویم که بناهای آشیانه بلند در ساختمان می افتند و در کارخانه ها می میرند. خودشان یک عمر سرسان است، باز مردهشان سرسان است. باز وقتی که عبدالله رهنما از یک گویم که نفرهایی که امروز روپری همین رحمانوف است می براید میگوید که ما چیکار کردیم؟ در 30 سال دولت ساختیم. میگوید در 30 سال چی دولت ساختید؟ وقتی که از یک فرودگاه 1585 مرده وارد تاجیکستان نشد، از یک فرودگاه چی دولت ساختید؟ 35 سال است که یا 34 سال است که این دولت مقابل چی مبارزه با مواد مخدر میبرد و هزارها جوانهای تاجیک امروز در داخل دوشنبه معتاد شدگی هستند، نرکمند شدگی هستند، حتی که دخترها همین گونه شدگی هستند، نوارها پر است. چی دولت سازی است؟ 20 سال پیش این گونه چیز نبود. لیکن امروز در همه شهر و ناحیه های تاجیکستان چی گشیش کشیدن، نشه کشیدن، دارو زدن، گرین زدن چی شده است؟ پهن شده است، چیزی عادی شده است. جوانهای خرد به بازی کامپیوتر میروند، نفرهایی که کم در سن و سالشان کلان است میروند چایخانه آش میخورند، بعد آش چی گشیش و نشه میکشند. همین از دولت سازی. و دیگرهایی که میخواهند که یک زندگی خوب داشته باشند از تاجیکستان میخیزند به یک دولت دیگر میروند، در اونجا چی است؟ در عذاب، مشقت، شکنجه، مناسبت دغل کشته میشوند. بعد این چی باز مردهشان به تاجیکستان آورده میشود. تا این دم در تاجیکستان دو گویم که اویا کمپانی ها، شرکت های گویم که هواپیمایی بود، سامان ایر، تاجیک ایر، 3 هفته شده است که باز یک شرکت نو شاهان ایر پیدا شده است در تاجیکستان. اظهارات شد دادن، لیکن اون شرکت از کی است نامعلوم است. غیر از این دو شرکتی که بود 10-12 شرکت های خارجی در تاجیکستان فعالیت میکرد. ما میدونستیم که نرخ خیلی گران است در منطقه، در آسیای مرکزی. مردم همه مهاجرت میرود، برای مردم آسان کردن چی نرخ‌های بلند میمونن. وقتی که بهار یا زمستان که شد نرخ چیپته هواپیمایی با آسمان میخیزد. 14 گویم که همین شرکت های هواپیمایی داخلی خارجی بسنده نبود، باز چی همین نفرهایی که به همین عائله نزدیک هستند باز یک شرکت دیگر شاهان ایر برای خون این مردم مکیدن. ما میدانیم که سالهای آخر همه اکثریت مردم تاجیکستان از قرقیزستان یا از ازبکستان طریق ازبکستان میپرند که نرخ‌های چیپتهشان گویم که قریب که 1 برابر ارزان است. باز رهبری آژانسی همین گویم که هوانوردی جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده گفت که تقریبا گفت 25 یا 30% ما نرخ‌های چیپته را ارزان کردیم. از برای همین من همون نفرهایی که از روسیه به تاجیکستان میپرند، از تاجیکستان به روسیه میپرند یا که به دیگر کشورها میروند، نرخ‌های چیپته را نظر کنید که در حقیقت اینها راست میگویند که یا دروغ. ما دیدیم که 10 ساله ها همین خیلی وعده های خالی میدهند، لیکن یگان این وعده ها به منفعت مردم نبود. از برای همین من و شما باید که اینها را، این حکومت من و شما باید کنترل کنیم. بس از خون مردم مکیدن.
خیلی که شرکت همون گویم که رئیس خدمات علاقه اسفندیار سعدالله گفت در سال 2025 در تاجیکستان اینترنت از همه ضعیفترین است در آسیای مرکزی. در بعضی قشلاق‌ها اینترنت نیست، میری با هر جا میکوبی، روی حبل میبروی اینترنت میکوبی. وقتی که با ویدیوی زنگ میزنی دیده نمیشود، لیکن نرخ اینترنت گویم که از آسمان گرفته شده است. و اسفندیار سعدالله میگوید که سال 2025 درآمدی همین خدمات علاقه 5 میلیارد و 52 میلیون و 795 هزار و 187 سومانی بود. 5 میلیارد سومانی چیکار کرده است؟ درآمد کرده است. لیکن این قدر درآمد، این قدر پول‌های زیاد به کجا می رود؟ از جانب کی این پول‌ها کنترل می شود که این قدر میلیارد پول مردم می گیرند؟ لیکن خدمت رسانی برای مردم چی است؟ خواجه به غلامش میکند همین گونه است. گویا که مردم برای این حاکمیت غلام است. میلیون ها پول میدهد این مردم برای برق، برای آب، برای گویم که انداز، برای خوراک و حتی که گویم که قریب مانده است که به هوا هم فردا و پس فردا اینها چی میکنن؟ انداز طلب میکنن از مردم. باز اسفندیار سعدالله میگوید که سال 2025 ما چی کردیم؟ تحقیقات گذراندیم که 1,300,000 تلفن های موبیلی وارد تاجیکستان شده است. تاجیکستان چی است؟ از یک پیشرفت کردگی دولت ها است. برای چی؟ برای اون که ما به چی؟ به اپل، همون شرکت اپل زنگ زدیم، پرسیدیم که همین از همه در آسیای مرکزی کدام دولت بسیار تا آیفون های پرو مکس وارد کرد؟ اونها گفتن که برای ما همین تاجیکستان است که بسیارتر آیفون های پرو مکس وارد شده است. گویا که با این گپ ها چی است؟ زندگی ما خوب است، ما آیفون های 17 میخریم. حالا آنی که احمق نمیداند که اونها این گونه کنترل نمیکنند که آیفون کجا رفته سو، چی رفته سو، کی خریده سو. اونها مال رو به بازار میبرند، کی میخرد؟ برای اونها چیز شوقی نیست، برای اونها فایده لازم است. از برای همین ما وقتی که میبینیم این گونه معامله، رفتارها، دروغگوهای رئیسان وزارت، دیرکتورهای دانشگاه، رئیسان حکومت و غیره در توجه میافتیم که برای چی این گونه اینها معامله میکنند با اون شهروندانی که اقتصاد تاجیکستان رو بالا برده ایستاده است. خیلی که خودشان میگویند نام تاجیکستان رو بلند کرده ایستاده است. محض همین شهروندان، نه اون نفرهایی که در کرسی امروز نشستند. با پیشرفت تاجیکستان نفرهایی که در وظیفه ششتند یگان حصه ندارند، حتی که معاشهای اونها از جیب همین شهروندان تاجیک است، از جیب، از کیسه همین مهاجرا است. همون پلیس هایی که بالاشان ظلم میکنند، خیلی که محمد اقبال گفت نفرهایی که 1000 سوم 1000 روبل به کدام مخالف است، مبارز است فرستاده است، در کجای لایک مونده است، اونها را میبرند، 100,000 میگیرن، 200,000 میگیرن، با 4 سال و 5 سال زندان میکنن. ولی که رحمانوف گفت با کلاس مونده، همون نفری که کلاس موند او را باید که زندان کردن نشود. امروز ما آگاهی داریم که
چندین نفرها زنگ میزنن میگن که چیکار کردم، ما کلاس مونده بودم، در کجا کامنت مونده بودم، زنگ میزنن میگوین که اگر که نیومدی تو را چیکار میکنیم، همچون یک تروریست اکستریمیست به گفتگو میدیم. این گونه تهدیدها است. رحمانوف یک گپ رو میگوید، مقامداران تاجیکستان دیگر عمل رو میکنند. گویا که دولت در داخل دولت است. فرمان رحمانوف برای رحمانوف است، قانون مقامدارا علاهیده است. از برای همین این چیزهایی که امروز بالای مردم است برنامه‌ریزی شده ایستاده است، مردم را از یک مردم شجاع، غیور، حقگو، ناترس، جسور به یک مردم ترسانچک، خبرکش، غلام، ترسو تبدیل دادن است. ما چند بارها، چند سالها هست که ما میگویم که مشکلات مردم ما چی است؟ از نبودن تعلیم درست، نه اینکه در مکتب ها، بلکه همون تعلیم درست برای مردم تاجیکستان مهیا نشده است. باید که این حکومت تعلیم درست را برای طلبگان مردم تاجیکستان باید مهیا کند. چه که من چند بارها گفته بودم که همون مکتب های خصوصی که در تاجیکستان فعالیت میکند، همین گونه تعلیم در مکتب های دولتی هم باید باشد که همین جوان ها، همین کودک ها به وایه رسند و انسان های با علم، با معرفت شوند. باید که دانشگاه های طبی، دانشگاه های گویم که اگراری و غیر صنعتی ساخته شود. انجینیرهای بهترین امروز دنیا نیاز دارد، به طبیب‌های بهترین نیاز دارد. لیکن در تاجیکستان دانشگاه طبی تقریبا 2 دانه است. یک تاش دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با نام ابوعلی ابن سینا، دیگرش دانشگاه طبی سکسولوژی است که چیزی هست. همین قدر است. با یک دیگر یک دولتی هست که یک دانشگاهی هست که در داخل همون دانشگاه یک فاکولته طبی هست. لیکن در یک دولت بزرگ 10 میلیون اهالی دارد، اگر گوییم یک دانه دانشگاه طبی هست، باید که 4 5 10 دانه دانشگاه های طبی شد. برای چی؟ برای آنکه نه که در تاجیکستان طبیبان نمیرسد، بلکه در خارج کشور طبیب ها نمیرسد. امروز دنیا به طبیب های بهترین نیاز دارد. لیکن ما چند سال است این مسئله را گپ میزنیم که دنیا به طبیب ها نیاز دارد، به انجینیر ها نیاز دارد، به اگرونوم های بهترین نیاز دارد. لیکن این حکومت دانشگاه نمیسازد، کنسرت زال میسازد، استادیوم میسازد، آثارخانه میسازد. باز همون چیزی که است که دانشگاه طبی همین محیدین نوریدین رکتور همون دانشگاه هست، به نزدیکی در اظهاراتش گفت که چی ما در کلان مجموع 30% دانشگاه هایی که به همون دانشگاه وارد میشوند رایگان است، ماندگیش چه است؟ شرطنامه‌ای است. 70% پول میدن به اون دانشگاه میروند. حالا که به ما طبیبان نمیرسد، طبیبان نمیرسد، 70% پول میدن طبیب میشود. حالا میدونیم که 10 ها 100 ها 1000 ها نفر ما میدونیم که هر سال بچه های بهترین مکتب با خوب و علا تمام میکنن، از حساب پدرشان بیچاره است، کم بغل است، کلخوزچی است، پادمان است، پول ندارن که به همون دانشگاه روند، نزدیکی در دانشگاه رفته نمیتونن. من در صنف خوانده بودم، تقریبا یک در همون وقت صنف طبیعی ریاضی میگفتن، متماتیکا، انفرماتیکا یا گیومتری، همین گونه صنف بود. تقریبا 25 طلبه ای که در همون صنف میخوند با خوب و اعلا میخوندن. لیکن وقتی که میبینیم که همین جوان ها خوب و اعلا خوندن، بس چی شدن؟ همون نفرهایی که دانشگاه عالی را خوندن با همین
5 پنجم همین 5 لیرک هم حساب کرده میتونم. میفهمید؟ این گونه 25 20 نفرشون از قفای زندگی عادی شدن. باید که این دولت چیکار کند؟ باید به این دانشگاه طبی رو رایگان کند، دانشگاه های انجینری و اگرونومی و غیره رو رایگان کند که این جوان های تاجیک خوانن متخصص بهتری شوند، هم در داخل کشور و هم در بیرون تاجیکستان رفته کار کنن و منفعتش به همین تاجیکستان می آید. از برای همین طلبات هایی که ما میکنیم برای منفعتی آینده این ملت است، مردم مسلمان تاجیکستان است، جوانان فرزندان این ملت است. سلامت باشی، سربلند باشی محمد اقبال. سلامت باشی برادر عبدالله، واقعا درست است. بارک الله فیک. و یک انشاءالله. خوب برادر عبدالله، مصیبت های عمومی که در کشور میگذرد هم مرا یعنی که بیان داشتند و حالت های گوناگونی که واقعا در رسانه ها هر روز ما میبینیم و بیشتر بار دیگر تکرار میکنم که من آنچه که پشت پرده بیشتر میگذرد تا وضعیت برای مردم تا جای ناآگاه هستند از اون یعنی که با خبرتر میشیم. حالا فعلا وقتی که از نماز برای نماز برآمدم برادر عبدالله وارد شدن، چند پیام میگرفتیم که در حال یعنی که با این برنامه های ما رزونانس های مقامات امنیتی در داخل پیدا می شوند، به خاطر یعنی در مقابل این برنامه ها شکل ها و کارهای را انجام بتین. بعضی از کارها را روی دست گرفتن، یعنی گفتن که اکنون بعضی از کارها را باید بکنن تا اینکه ببرن بگن که نه پیشوا 100%. ما یگان گپ نگفتیم، ما نگفتیم که یعنی که اون چیزی که شما فکر دارید، ما نگفتیم مرد است، ما میگیم پیشوا نابود غیب زده است، از عنوان برنامه معلوم است. برای چی غیب زده است؟ برای چی شما دروغ میگه؟ این هم گپ، یگان گپ دیگه از این بیشتر هم یعنی که ما نگفتیم. و در فیسبوک اصلاح البته در فیسبوک اصلاح برادر روح الله طلازاده یک سوال گذاشتن. سلام علیکم محمد اقبال، آینده هینی چی می شود به فکر شما؟ برادر گرامی، برادر روح الله، الله حفظ کنه شما را و خداوند همه برادران و همه فرزندان این حرکت در حفظ و حمایت خودش نگه بدارد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پویای 50 ساله، یک حزب که واقعا هم ابرقدرت ترین دولت دنیا روسیه که حالا هم خودش ابرقدرت میگه، در نزد شهامت و قدرت و عظمت و رزمندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پزانو زد و حتی پایبوسی استاد سید عبدالله نوری به افغانستان آمدند. و خوب دیگر میدونند که SVR یوگنی پریماکوف، یعنی چقدر افراد بزرگ دنیا از ملل متحد، از نمایندگان کشورهای دیگر دنیا، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک شهامت و یک عزت و قدرتی داشت. باز هم برمیگردد به همین که اونها رزمنده داشتند در اون سالها و نزدیکی مرز بودند. باور کنید نزدیکی مرز بودن بعضی همین افرادی که امروز هستند، حتی در درون تاجیکستان اگر یک منطقه را در دستشان بگیریم بتیم، همون جنبه یک گپشون میوان یک کار دیگه شون انجام میتین. اون گپ در مورد این نیست که شما در کجا قرار دارید، ولی شما در با کدام روحیه مبارزه میبرید. با روحیه یعنی اعتقادی از نگاه عقیدوی، تا اینکه باید همین نظامی پوسیده رحمان عوض شود. این کاملا فرق کننده است از مبارزاتی که استاد نوری و بزرگان گذشته یعنی حزب نهضت مبارزه بردن و آشتی ناپذیر تا آخرین رمق حیات خودشان مبارزه را بردن. خب فریب خوردن، هر کاری کردن نکردن، مهم با عزت و با شهامت در مدت 5 سال صدها یعنی که نشست‌ها و صحبت‌ها انجام دادن که وقت نه اینترنت بود، نه یعنی که یگان چیز دیگر بود. فیزیکی باید میرفتی نمایندت اشتراک میکرد یا فیزیکی باید اشتراک میکردی تا اینکه صحبت کنید. با همون وضعیت ها یعنی که مبارزه را ادامه بردن و پیروز شدن.
اینا هیچ وقت یگان شک نکنی. ولی این وضعیتی که امروز ما قرار داریم یک حالتی واقعا هم گپی مردک یاد تا گفته اگر رفتن بگیرد پس آینده خوب را ما انتظار نیستیم، اگر چنده که برامون ناخوشایند است ولی آینده خوب را انتظار نمیتونیم شده. با اتهام کردن با این پروژه با این پروژه حکومتی با این گپ دیگه مردم فریب کردن نمیتونیم. یعنی استاد محیدین کبیری وقتی عزت و شهامت و یعنی که با قوت بود وقتی افراد در اطرافش بودن و یعنی یک قوه بود. استاد نوری بود ولی در وقت در اطرافش حاجی اکبر بود، استاد همت‌زاده بود، علمای دیگر بودن، افراد گوناگون بودن، اون عزت و شهامت داشت. استاد با تنهایی خودش یعنی نمیتونست که بگه من اون تنها، اگر چنده که تمام کار استاد میکرد چی از صحبت چی از تمام کارها ولی در اطرافش هم افراد بود. استاد نوری که من یعنی که شاگردش هستم و از وقت چشمم آبی کردم استاد نوری را دیدم تا وقتی که وفات کرد، همون نفر بزرگ هر کجا که در افغانستان بود سفر میکرد تهران، یک نفر قایم مقام داشت که میگفت این دملا آمردین قایم مقام، اینا یعنی که فلانی قایم مقام، اینا ملا عبدالقاسم قایم مقام کار انجام بودی، دملا محمد رسول قایم مقام، فلانی همینه. ولی در همین امروزی که ما هستیم یگان قایم مقام به جای پدر بزرگوارت هست که بگه که این استاد نیست، فعلا انا ای آدم جوابگاری همین کارها هست نیست. چرا؟ چون که یگان نفر نمیفورد که در جای خودش بمونه، یک افرادی ساخته را میخواهند معاون یعنی که همینطوری بمونن که به طریقتی نمیشود. تا اینکه افرادی که در یک حرکت و حزب هستند جایگاه خاص خودشون رو پیدا نکنن، وقتی دیدن که استفاده میشون هیچ کس نمیخواد که در اونجا بمونه. جایگاه و مسیر حزب در دست پدر بزرگوارتون. این سوال باید از پدرتون بپرسه، بیشتر و خوبتر میشود و یعنی که وضعیت همین است دیگر. حالا دیگر چیزی گفته از این بیشتر ما نمیتونیم. خوب خداوند عاقبت کار به خیر کنه. ما دیگر همین قدر میگیم تا اگر یعنی یک تازی ها تنها من میتونم کاری کردم، منم نوفی زمین، منم پاپاک زملیه گفتن کشتم گیره، هیچی گپ نمیشه. نه محمد اقبال پاپاک زملیه، نه استاد محیدین کبیری پاپاک زملیه نوفی زمینه، نه اگون کس نوفی زمینه، هر یک کس میآید میرود. یعنی که این دور گردون یا این دنیا همین است، می آیند و میروند، آیند روند باز آیند و روند، همین خیلی است. همون خاطر هیچ کس در دنیا یعنی که ابدی نیست و هیچ کس عوض نشونده نیست و هیچ کس سویرشن نیست که من یگان اشتباه نمیکنم. این طریقه نیست. همه ما انسانیم، اشتباه میکنیم، خطامون باید بپذیریم، باید بدونیم که با چی وضعیت آوردیم رسوندیم. زوره ها نشود همین کار شد، چی شد نتیجهش؟ این همین. بعد میای به هیچ، از بحر هیچ زی بحر هیچ بر هیچ مپیچ میشود. خوب خداوند عاقبت کارا به خیر کند. علی یگان خبر خوب اومدی؟ پیشو مرده است. گاب زکو بسیار گردنک کجای رنگ مرده است. اما چه اووز تبرور رنگی ماو بیوره اووز نمیبرویا. اووزد نیست. ما اووزش ندارم. پس ده اووزش. اووزد نیست. ما میکروفون تکشتگی نیستم. که بچه کو گاب زه خبر در پشتت مونده 1000 ده رنگ او رقمای اسماعیل وره چی گپ ایته پیش مرده است. خبر خشخدت میتی چی؟ اوز نیست آخی. ما یا برنامه نیمه گلوخوی نیسته که یعنی که ما تر شرحت کنیم که سر شجم بود پیشو مرد. این شخص جای تری کرد یعنی که تری شید. خوب وطن 665. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا هستی استاد. خدا نگهبانتون باشه. وقتی قوت بته و قوت من بته تیزتر
آمین. به وطن بر بگردیم آمین. و سری بلند. استاد خیلی که چنون داره اسدالله را میگو ای هم خرسند ای اخی ای هم بزار شدگی نیم اخی خرسندی و هم یک همه مونده روزای به شما را موندگی گفته ای هم همی بزار ای جون شدگی هم به برقی و به سویتی و رنگی سک میکشن میورنشون هم درون جوشون میکنن که گپ زنین ای شاییس او شاییس اوش برومده چی میگه همین دموکرات چیه یا ما دموکرات را ما بگویم دموکرات یا رستم امومالی رئیس پارلمان رئیس شهر دوشنبه رئیس نارکا کوریرو دموکرات یا آزاده دختر امومالی دختراش این همین دموکرات بو میگه که هو که رحمان دیکتاتور نیست بر پدرتون الله گجوی ده چی همین عجیج موجود طرف رحمان فای بله مسئله موضوع بزنیم استاد همین رسانه ها چی باید دوملو پهمش نمیکنن؟ چی را پهم نمیکنن؟ وقتا یا هم یا پیگیری کردن چی را؟ همین چی را آخی؟ چی میگنش؟ مردن رحمان و چه رو پهم نمیکنن؟ آخی یگون کس او بردک برماده چیزای ساختگی را مونده سنز روزی 28 پیشوی میلاد با یعنی که وزیر مدافعه و رئیس زندان‌های تاجیکستان در مورد مواد مخدر صحبت کرد. انا شیرینر این وزارت مدافعت با مواد مخدر چیکار داره؟ رئیس زندان‌ها با مواد مخدر چیکار داره؟ رئیس شورای امنیت با زندان با مواد مخدر چیکار داره؟ یا دیگه خودشون کارشون نفهمیدن چیکار کردن. بعد وقتی یارو میگن خبر رسمی نیست آخه. بله. نگاه کنده یه حیات همین تلویزیون تاجیکستان مواد مخدر یه حیات تلویزیون تاجیکستان زندان این همی کورو این همی آخی نگاه کده این همی امنیتی و امتری توکایه همین چوبلوسو کم ترک چون باید فکر کنن آخی توکایه همی کورو می شوده یه حیات همی زندان مواد مخدر تروریست اکستریمیست اوی بزار نشیده هم چیزی تاجیکستان همون چوبلوسوی تاجیکستان من رادیو آزادی چی با پیگیری نمیکنه از در پیروز چی با خبر رسمی نیست این اسدالله که خبر رسمی را میته کو گابزا میفهم یگون چیز اوز میو کو گابزا که زنه کد بروما اوز دیگه کار نداشتی مردم هم میگری مردم هم فره میکنی دیگه کار نداری این خیره چی میگوش دیگه اگر ای پیشوا گابزاری گابزا اگر ای پیشوا گابزا زنی نباشی برات گابزا پیشوا زنده یا مرده گابزا ملت چی مجلس حکومت گذارون زنده های خدا دیدیش یه کویت همش دروغ هر صحبت خدا دیدیش پیشوا زنده های دیدم در نوارو را کو قسم بخ زنده های کو قسم بخ صحت های قسم بخ سوزه کی قسم بخ کو قسم بخرم کی سوزه تا زنتالو قسم بخری با پیشوای میلاد قسم بخری با پیشوای میلاد نگوش والله بلو قسم بخرم والله بلو قسم بخرم تا نک زنتالو قسم بخری کی زنده کو بگو والله تعالی که همین برآمد همین روزش بود قسم بخور والله بلو برآمدی رئیس حکومتش بود رئیس حکومت رئیس حکومت روبر حکومت پیشوای ملت های تا زنتالو قسم بخورم که بود درست های پیشوای ملت رئیس حکومت های پیشوای ملت های پیشوای ملت پریزیدنت های پیشوای ملت اساسدار سل وحدت های پیشوای ملت اوتای 7 پراستیتوت که پیشوای ملت این کیه یا وظیفش دیوخی نخوا 100 وظیفش دی ترا من گفته استم که همین روز برآمد کردگی رحمانوف درست بود یا اینکه فیک بود رنگی بچه رمضان قادر فوری انا را بگو منم نه ضعیفی تو این ضعیفی چی ضعیفی من نگفتم که رحمانوف مرده من نگفتم رحمانوف مرده تماشابی نشده استای صورت همونده استای ای خدا توبه کردم همین وقتی که آدم دیگه گپ نداره مغل گوش که مغل
گوش که بار دیگر میگم وقتی که یک چیز نمیدونی نه گاب نزخ تا حونیس هم نکه. رحمانوف با حونیسی یگان نمود خیل ارزش نداره بر یعنی که قسمیت لا تجعل الله عرضة لایمانکم که با الله با قسم هاتون بازی نکنی بازی چه نکنی. پیش ما استوان کم نزا مسلمانی کم نزا پیش ما کم نزا پیش ما کم نزا حق نداری فاطمه کتی گاب زن tam طلاق کردی اومدی همینجا پیش شد هم چیتا طلاق کردی اومدی با همینجا روتسیوک کنتونامه درونن نسته او با شکل قیچی را گرفته رفته بود فهمیده سایت مرا او اگر با شکل ولی قیچی را گرفته ایجا با اوجا اون همشینه در جو در کنش میگوی اگم اون هم سویچه زگه چیزه اگه اون مخیزه ایسی میرا حرام گوری در بگیره گوری دوای مریم غرب سوزاخی گوری همیشه همه سوزه ایشالله گوری تمام شده گیا راجابی را گوروش بسوزه نولی گفتی گپو وقتی که گپ نداری گپ زدن ده با همو خاطر گپ دارم تو گپ نداری تو دروغ میگوی چی گپ داری نمی پیشوا چی دروغش گفتم گفتی اصلا پیشوا کوای پیشوا کجا شد زن همه گیره تجاوز نه دیدی این گپ نداره دیگه دوملو این نمیشه و این вже فرسوده شده گیه این را پسول بونکو خاطر دیگه بچرا براتم بگی دوملو یا کو دیگه هم خیلی پول کنم دونن نمیشه و دروغ میگه اینم نگاه کده وقتی ای طرف حکومت برامدی باید یه ترتیب انتظام داشته باشی من مثال ای سغره قدی کوچایم ترتیب انتظام دارم ندارم یک کریمه های دوملو مخالف های مثال ترتیب انتظام رویه میکنه ما بکنم نکنم دیگه برادرها بکنن نکنن یا ای قدی کوچان یا خلق دیگه و ای حکومت نماینده چرا حکومتی ها میبروین در سوال جواب نمیتین نمیشه همه در داخل دوره کنه ای حکومت چرا میبروین رنگ در سوال جواب نمیتین تحقیر میکنین همین قایم همین ای دولت دوریتونه 34 سال شدم خیلی ای پیشواتون هم تری میکنه و خداتون همین اقارت این همین تحقیر این سونو شما ادام هستین کم ترک رنگی ادام گپ زنین سوال دادن سوال در جواب تی دوملو نموش در برامد خوی دوی جواب داده سای ایتما بگو میگه دموکرات چیه ایتما بگو همین ترامپ دیکتاتوره کوریمو با ترامپ چیه ترامپ گجور ازاد نزد کوریمو چیه شما در توجیکستان جواب بدید یا اگه میخواهن که گویا که نشان بودی که گویا گرنی زورن گویا رحمانوف گرنی یعنی که دیکتاتور نیست ای اگه خداوند هدایت کنه سلامت باشه برادر وطن یا دوملو نگاه که یا هم سوالا را میتا زپیسا منتاج میکنم بعد انا کانال بوتیلکا و در کانال اینایش پشتدگی اسدالله و دیگه هم پهن میکنن همین اگم تا نیمکولا вообще مردم اخمون آخه فهمیشش بسیار ای که سستای یا ای فرصت استفاده میبرن که خود چی میگوی نگاه کنی میگه مسلمانی میگه و خیلی میگه در یا ایتاری عقل نیست که هرچند شما ما دشمنی ملت هم باشیم شما قطعی ما گپ زنین الان ما چی دشمنی کردگیم هیچی بیاین رنگی ادام گپ زنین نه برادرو شما هم طرف دولتین مرحمت رنگی شما دولت هم چی کردیسین پشتیبانی کردیسین ما اگر کمی را اقارت کنیم نکنیم یا شخصیت یا اولاد گفتگی ما یکم کذا کردور نیستیم یعنی گوری مریم در بگیره رحمانوف دختراش پرستیتوت که های یا اویلرمو گفته سی ما یکم کذا کردور نیستیم شما را درست بفهمین یک شما که میبروین هر چی میگوی با ای کی بود رو برای دیکتاتور با سوال کنی چی زبلاب میکنه کدام سبا چی کو میکنیم برای چی زبلاب میکنه برای حقیقت که شما هستن کدام حقیقت همین رحمانو چی سوالو در جواب ندادم رحمانو دیکتاتور هست نیست میگو دیکتاتور نیست دیکتاتور کی میتونه باشد شما گپ زده برای چی شما چور نمیکنه برای که ترا چور نکردن ثواب باید تر فایده نداره یا آدمی که شوا برای چی ثواب
برای آنکه ثواب ای میخچو через میخچو میخورم برای که در ثواب جواب نمیتی دوملو بگو در ثواب جواب نمیتی دام گپ داری یگون گپ داری نمیفرام قطیت گپ زنم برای چی برای که تک خچو منه تک خوچیتسا فهمو دلیل دارم که روی سیاه یا آدم بگردی بگویش که همه حاضی شب یا روز بگرد بگه که روزه من دیگه قطیو چی گپ زنم ای ترامپ گپ زده اساس ای رحمان فکر کونی زنش قبیله اساس گپ نمیزنه ای رود لخچه طور دیکتاتور شناسم رحمان و واچه کونی لیچ که است گپ نمیزنی کو ترامپ کونی لیچ نکاست دختر تاقی یا اوچه کونی لیچ نکاست اول برا یا برا نگاه کیا برولی برا خونه تپرس اول خوار تپرس جیان تپرس دوملو پرسش بگو زن پاس بوده سری میشه یا کنی سر پاس پرده بگو نماز داره یا گپ میزنه که میگه رحمانوف دیکتاتور نیست نه که تو ای ترامپ گپ زنم برای چه ترامپ گپ زنم روزی ندارم برای من اگر کاری که غلطایی که کرده است میگه من نه یگون گفته گپا سر ترس دارم نه هیچی ولی گپ درباره وطن خودم رفته است من هدفی من برای رحمانوف گپ زدن نه اینکه هدف من برای گپ زدن برای یگون دولت دیگر 100% هدف ما تاجیکستان هدف ما تمام رو زده او مثال سوریه را زده هدف ما سوالت میکنن تو سوال ای رحمانوف نگریزون همین رحمانوف یا آدم سوال بس رحمانوف گپ نمیزنه گپ مسئله بود که پرابلم ای من رحمانوف من یگان پرابلم ندارم دیگه گوش کن همین رحمانوف یا آدم محمد اقبال 3 بار رئیس جمهور شود دیکتاتور هست یا نه سوال محمد اقبال 3 بار رئیس جمهور شود دیکتاتور میشه یا نه سوال من چه ما داشت سوال ما میگم که من با نگوید همین محمد اقبال 3 بار رئیس جمهور شود دیکتاتور میشه یا نه سوال پرست سوال میشود رحمانوف شوی و چطور که اگر نکی نمیشه 6 بار رئیس جمهور ای ایرود سیاه حیوان این امر قطیش خیلی خیلی محمد اقبال 3 بار رئیس جمهور میشه دیکتاتور میشه نه که شوی اوچش 5 بار شود دیکتاتور نیست این قطیش خیلی گم میزنه دیگه او میگه قطیما با ادب گپ زد محمد اقبال 3 بار رئیس جمهور شود دیکتاتور میشود ولی شوی اوچم خیلی پیاندار ما یک اگر که او 3 5 بار اگر که رئیس جمهور شد او دیکتاتور نمیشه اینا لوگیکا اینا را منطق میگن انا را چاپلوسا به رحمش میگن چیش میگه دیگه اخیرا هم قطعی چی گپ زنم من بگرد بگو بله رحمانوف دیکتاتوره برای اینکه اون ملو بچه‌را بگو ملو بگو بچه‌را برو بچه‌را برو این بگو اینسونو رنگ آدم برو ما همین رنگ شمویم شما خیال می‌کنه نگاه کنه دوملو یا علیکم دیگه بود سلام علیکم بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام باشد ای طرفی گابزا استاد جان همون که نمرای اسماعیل یازماش دا پشتش دادگی بود که داخل نمره پایواز که با ایشان پایواز که مخدوم قرشون گاز دارن که اینا نمره اسماعیل زدگیه اینا خطی همی گابزا خطی ما گاب نزد گابزا اینا خطیش سازی برادر خوبی کارات خوبه سازی گابزا خیلی گاب زنی بو خیلی گاب زنی بو سازی برادر رنگ خر کلانی تو برادرت گفته است این مغل اوستا گابزا اورم گابزا اورم گابزا رنگ انسان گابزا اما آدمی را گفتم و چه تفعلون کنه برادر جون من رنگ انسان گابزا من همین جایی که تو من انسان اول انسان ورگم میزد باید اول در پیش نمروی از نتایکی اینه یا آدم ورگم زنی فقط دلیلش خطی میگم که رحمانوف در چه حالته مثلا در فقط دلیلش خطی میگم گوش کردی مرا گوشت کیس است مغل گوش داره گابزا رحمانوف در یک حالتی هست که خیلی با پخته در قطقش آوچ کندستان مثلا در کازاتت میکنه یک دیمش رحمانوف در یک حالتی هست که در ایزورش ریده است در سیمش رحمانوف در یک حالتی هست که ویلاش کو همین قناعت ندارن اگر نوزی میپرن تاجیکستان میرن تو میمونی نگاه که مرا اسموت گاپوتا اسموت در پشت زدگی خشرو گوش که مرا ما درا گفته استم ما در روی شهر هر روز در سنتری دوشنبه چوب بچه های امنیت بچه های گالون روز اووده اموده در روی خورو گشته استم آدم نمونده است انجام شود
یا جدا 3-4 آدم ایستاگه میرم تیت میکنم مرا سوات ده برای چی هم کار کردیسته برای چی هم کار کیسن مرخ تو در شنبه نستی ته odam vore gabza والله بالله تعالی نمی گیجای دشنبه را بگو خود میگیرم روید میکنم دشنبه گیجای شب بگم شما سیون که میکنم تو در روید میکنم gabzak در رو میگو gabza یا ای گپای کی میگه دروغ میگه نه دروغ میگه این یا یگان تشکو ایمان ندارن همین طرفدار رحمان شدی ایمان تا از دست میتی بعد طرفدار رحمان میشه تو مرا اول گپات هست کو میگو با ایمون جواب بگو برای چی مردم امنیت پراکنده داره در درون خانه دروغ میگه شنبه نیست من در جای پاتزمی سخوا در برای چی ماشین امنیتی موندگی های آدمایی که دکاسه کس رفته میره تیت میکنه آقای را سوات زن طلو قسم خو باورت کنم زن طلو قسم خو والله بیارم ویدیو رامون کو ویدیو رامون نمونده است آدمو بستم ویدیو نگی چه کو زندگی پیشوا تا ویدیو شما تو کو زنده بودن پیشوا تو زنده بودن پیشوا را ویدیو شما مرحمت تو مال کو ویدیو شا مغل گاب زده سای او روز مجلس سالو نبود او روز مجلس بود روی اچتاسیو نکتم او روز امروز دا گاب رفته ساز او روزی سالی او تاریخی 14 هم 13 من نگو برای من همین امروز پیشوا زنده یا نه والله بالله تعالی استاد ما با تو نه سوم تو نگرفته سای زنی بالا بگویم مردم نمونه اوجه پیشوا اوجه ایجه ده حقارت زش یعنی که وضعیت در شنبه به شکل بزه باید درست خود دیده است بنام پروردگار قسم دم پیش چشم بچهای پژارنی بچهای امنیت بچهای اووده بچهای اموده بچهای او همه بچهای عدلو خیلی گشته هستن تلاتون نمیمونن در پیش هر پادزمی ماشیناشون موندگی کدام 3-4 کسای ریش داره درسته 100% اینه را اسدالله خوب بفهم اینه را بفهم رحمانو ممبره بعد تو میمونی و لینسر یک اپل در درونی تو حقارت میکنی تو فوسیتی تو حقارت میکنی من حقارت کنه حقارت کردی کو حقارت کردی الله لعنتت کنه حقارت نکه گبزه اسدالله برادر اسدالله بسته امیو تحقیر نکنه ترا تحقیر ندارن آخی یعنی پینگوین شوی خواهرت نیست یزنت نیست چی قرد میکنه رحمانوف شوی اوچد نیست رحمانوف شوی خولد نیست چی قرد میکنه گوش که برا بگم زنم گبزه حقارت نکه که او دوزانی میشه جد میکنن ترا حیوان خانچه شد بگم زنم ما و تو رو برون بزنیم هم زنگله اینه دیدی حقارت که میکنه روبارو میشه ترا حقارتت نکست ترا حقارتت نکرد از رنگ انسان گبزه با کدوم قپن کو موی سر تا میشینن اسدالله رومش نک تو رحمان فحمایت کن بیش نمیدروی چو مردم پراکنده کیسه امنیت چو پراکنده داره مردم چو پراکنده داره این دروغه این گپی 100% دروغه والله میگم استاد همین چیزا رو من همین روزا دیدم که بچهای امنیت بچهای عادل بچهای امنیت کارگرای همین دولت گیجای تلاتوب همجا رو میدروین قرار را تیت میکنن فهمیدی که چی گپه یورا بفهم خوب اسدالله دقت کن خیلی که دروغ بگن قرضدارو رحمان فیت قرضدارو من قسم میخورم من قرضدارو من اشنو حقارت نکه گبزه من سیون کنم همیت استاد همیت نشونش میتیم گب نیسته سیون که پرتو من نشونش میتیم همیت سیون کنم روید میکنم تمامی مقامات ها چخه میگردن در گیجو گشتستن چخه همه شد سیون کنم روید میکنم نشونش میتیم چخه و مردم پراکنده کسای طلاق نمیمونم کدام یریش داره بور میکنن میپرم فهمیدی؟ خوب محمدی بگو تو میگوی کی یعنی امام رحمان پیشوای ملت
فلان نگویان امامای رحمان و پیشوی ملت خدمتش در ملت توجیه رسیدگی خدمتش در من رسیدگی خدمت کرده فهمیدی اكو دا خزيه خدمت شبخته بگو مرحمت چی خدمت رسید مرا خدمت همه که تنجی امونی کرده تنجی در افغانستان هم هست در افریقا هم هست نیست در افریقا اگه نیست در افغانستان تنجی همونی شمیه که پدرت را رفت افغانستان و ورد قد سید پدر این من رفت دوره کرد گفت که در پیش پشت غلطید گفت بیایی که گفتی گپو فلانم نکنه بیایی بدروی فریبشون کردن اگه ما گفتی گپو کلیش میکنیم پدن حالت تزیق نشه چی؟ اگه پدر زورش نرسید تو میرسی سگ پدر زورش نرسید وقت در 6,000 کیلومتر 7,000 کیلومتر رفته اینمی بزه وقت چی بگیم بخی دیگه اینمی بزه چی بگیم بخی خدا حافظ ای گوش رو سیو پدنالت برق نداره مردم خیلی تینج امونی های رو تونسیو برق نیست او نداره مردم با خنکی در مرده سن مردم میگه تینجی و امونی های میگه چرا در خونه پیشوا اولاد خونه پیشوا برق هست های کی سوالو در جواب میته همه را مناپولیا کده چطه تینجی و امونی های 3-4 میلیون مهاجر های چطه تینجی و امونی های درسته 100%. یگون خیلی نه صلحه نه امونیه نه تنجیه نه یگون گپه این گپای کهنه را میزنه دوملو فقط گپای کهنه این هم گپای ترسوده بله شهروند به هیچ میقپای قدیره آنو میپروردگاره میقپن بار میکنن میبرن پرابلمش هم میوام تونش هم میکنن جواب میدن هر روز ما همیه بده چی نیستم بله 100%. خب مردم اینا بفهمه این چیزای اصلا از داخل وطن همه میره درآمد گفتم ممکن چاپلوس های برای که رقم معلومه با همون خاطر شما وقتی که ما گپ میزنیم هدف از این گپ زدن آگاه کردن است که مردم بفهمه وضعیت رحمانوف تر بای پدن علت با این پیشوای ملت رئیس گفت گپا شورای امنیت قطعی وزیر دفاع دعوت کردن قطعی رئیس زندانها برای مسئله گرانی گپ زدن این توپویزم است اقلا همون دروغ درست کردن نمیتونن اینو رنگ همون آدما را میقپن کو دکسش کارت نهضتی میدوزن و میگن این با کارت نهضتی همون آدمایی که در نهضت بودند در یعنی که اعضای حقیقی واقعی همون کارت را سوختن که پرابلمش نشون گویا اعضای قطاری دکسش کارت نهضت هم اسپکتاکل دروغ راست میکنن لعنتیو یو وظیفه شون کار دروغ تا حاضر هم خیلی مافیا کدگی هم خیلی شانتاژ کدگی مردم عذاب بتن تا روزی که رحمان خاکستر نشود ما روزی بیان میبینیم استاد خاکستر نشود از زمین ما روزی بیان میبینیم انشالله بله دوملو بخشیش هست سوزانی کوتاه کنم همینجا برادرم همینجا سوال کوتاه کنم بابا بروم بله همین رفته و رستم حرکت کده سعی که بشه و رحمان خیلی خاطرش جمع شید همینجا کو چی میگویی همین مردم بفهمه دوملو چیه هدف کی همین مثال رحمان خیلی ایسوس شیدگی هایوشه شیدگیشه شیده چه کی که رسانه خپای از یا پیلوس هم خپای او هم زده سن اینفارماسیون جنگ رفته سای واقعا این رخده دیده سای دوملو چه جنگ کردی سن همین جنگ اینفارماسیونی هم خیلی میشه هم خیلی نسته جنگ اطلاعاتی درست همین او مونده سای منتاش که سای شیطانی که سای توکای همین کار میشه با چیکو کنه مردم باید همین مردم در روش هم بگو که مردم راستش بگیره این مردم باید خودشون بفهمن که همین حلا و همین چیزای ساخته است رنگ حکومتش دروغن رحمان و صحت نیست دولت به پرزیدنت های با پرزیدنتش انتخاب نکرده است و رستم باید جاش از شکلش درست کنه بره و رحمانوف تا وقت جانش نبره رستم پرزیدنت یا اینکه قایم مقام نمیتونه شده رحمانوف در زندگیش هیچ وقت نمیخواد از بچه‌اش بشه اگه با یه آدم دیگه این ملت میخواد اما خاطر این ملت باید همین خیلی که پدنالت خودش گوزوره با گوزوری قطعی میگیره دیگه یگون راه نداره این ملت یگون راه جزای گوزور خسر بچه پینگ همی در درآمد کدام چاپلوس درآمد بو گویم قسمالی ودی خیلی پیشواتون زنده ای چون در تلویزیون دیگه نیسته اگر همین تلویزیون را گیرون میکردی فقط نامی همون بود نامی سوختگی همون بود نامی پدنالت همون بود 24 ساعت در تلویزیون گفگف همون بود نازی خیلی را شکر یا درخت نشون میده یا برف نشون میده مردم از صورتش بزارش دیگه وقتا این آدم زوغی بدمر میشه و پدن نعلا
سلامت باش شیرنر. هر سه که میشوه روی کنه. بارک الله برادر. سلامت باش. سلامت باشه. اگر دوملو زنده میشید کو من ببرم، اگر او زنده میشید اول قایچقتی تو میخورد. گفتم کو در کونش سویچه زده گیرنگ ایوب بوتیلکا بوری هر دش بود در کونشون سویچه زده گیان او تو میخورد قایچی در دستش. اینجا همین واقعا گپ نیتوی خیلی مردم در اومدی چی باشن آخی حالتی اومده باشن چرا را ببینن اگنی سستی نکنیم برادرو. همین حالتی که همین بولده رفتگیه حرکت کنین در همون جایش که اومدگیه چی نشوده. مثال چه خیلی دوملا گفت که ایدس نروه که حیات ملت همین جا تغییر میوه. بله واقعا هوشیاری کنین تیموس کی نمیشوه. این جنگ تلوتی و پدمالد رفته زنده و سلامت باشی دوملا. سلامت باشی برادر. بله واتساپ. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم خوب هستین ان شاء الله. سلامت باشی برادر. بله از شما خواهش دارم استاد همین از صدای چرکک همیشه نداره راست افیر جزیر میکنه این حرامزاده. دوست مردم باید چهره طرفدار رحمانوف ببینن بفهمن برادر. من میفهمم همین مردم باید بفهمن که این چهره تپک مانند استاد اوجه قریب 1 سال زیاد شد این مردم شناختگی. اولش الله مهربان همین وقت ساعتش بیاید همین اسدلو دا ما کار میگیرم استاد. انشاءالله همین دا ما کار میگیرم. هر یا شهری نره تاجیکستان زنگ زده است که اینا همه شهرهای نره که ای مکتب اصلاح برآمدگی. یعنی ملت باید امنیت بدونه. شما فکر نکنه که ملت بی صاحب است. بله همو آدم بچه را مرد میدونم که همین خدازاده را بقپا یک کنکرت نه افیر کنه همین ویدیو ویزف کنه شرمندهش کنه که برای همین پزار کنه همین رحمانوف ای خدازاده بدبخت الله لعنتت کنه اخی ای همین سطر من کد ریش من کد نماز من کد مسجد روی را من کد ای پدنالت اخی تو با کدام رود میخیزی بود طرفداری همین خدازاده بدبخت میکنی. ای ولدی زینو انشالله الله راضی باشه تا قطع همین رحمانوف تا دوزخت تاینه میره انشالله. و الله قسم استاد اگر دروغ بگم در تای انبار الله هم بچه خولم بردن برای ریشش قپیدن 10,000 سومانش گرفتن در جوش گرفتن سر دادن. ریش هیچی نه راست یا دا سوم در کرای تمام راست سوم میگیرن سر میتن. این بدبخت ها همش دروغه. والله قسم گرفتن بردنش اینام پیامبر من گفت زد قسم پیامبر من اخبارت کردن امیر میفهمین استاد. اگر دروغ نمیشه 2,500 آدم والله قسم در نمی دپش همه نمیگم اما میگم جواب میگم والله قسم بردن پیغمبر من اخبارت کرده. یعنی بدبخت های حرامزاده. ما همینجا چی گفتنیم همین 2,500 همینجا آدمی هست. شما اگر که مسلمان باشین بخزنه بچه بخزن تا بگیرین این فرعون دفع کنین. ای چی گپای همه کار در حق تون دست همه کار در حق تون کدسته شما اولیم یک مسئله دیگر یا مسئله دیگر در همینجا در همین گپ پیشم برادر میگم. همین مسئله برادرای که 307 تایم قپنشون همش جایی که میبرن جمعشون میکنن قرغنه. یکی از جاهای مهمی که برادرای بیگناهی 307 تا میقپن میبرن دوشنبه نیست قرغنه. ایلوبای منطقه میقپن میگیرن میبرن قرغن 307 تا همونجا مسئله شما میبینن 5 سال 3 سال 7 سال 8 سال 10 سال پولش میزنن میگیرن. کدومش پول داره خونش فروخت میزنن پولش میگیرن. خونش فروختگی مردک $40,000 برده از داده تا 39,000 شبگیری 1000 سوم شرسه گفتن فلانی و چه همه شبیار همه داده است با $1,000 دیگه قرض کرده است. خیست از کارش توریک است خیست از رسی اومده است میگه چیکار کنم. گفتم که نمیدونم چیکار کنی آخه نبفهمی. این همیه وضعیت همین ملت مردم همیه یا یگون نه لایک مونده است. خدمت هم مشدیده سام استاد جانم در نو که بینیم ایستادگی ما همین نگاه دارم که یگون کس بخیزه که ما قطعی همو برابر شدم انشاءالله. نه که این ملت من نمیدونم تو که خب میکنن میسن ای بچه ده همه کار ده حق اون کسته با همین کامنتاری را میخوانم با خیلی ولد دیزیناش میبره طرف داری همو میکنن پدن علت ای تک بخی با کدوم رود میخیزی همین
کافری بدبخت طرفداری میکنی عصر 22 شده سویت نداری اوخی نمت دیگه چی بگم استاد نمیدونم این میلاد یک بدبخت شده رفته است و الله قسم اینستاگرام میدره استاد این دختری توجیک میبینی پزار نی دختری توجیک در اینستاگرام همه را اوجه بدبخت کدگی خدا زده کدگی بدین کده موندگی نیو بله 100% 100% آیا کامیه برادر یمی گیجو مدروی اوخی همی مدروی مردم همه نمیفورن ترا بینن یمی مردم همه زیدی تو گپ زده ایسن ای خدا بترس این رحمانو ممبرات تو میمونه در قپی میلاد تو در قپی میلاد میزنی حقارت میکنی تو دهنت رنگی توالت پدنالا حقارت نکن تو ما ترا حقارت نکردم من پیشوا تا گفته ایسم پیشوا شوی چند نیست اوخی استاد جان حقارت نکن شمخلی ولادزینایی که اقراچیان همش این طرفدارای همین خیلی هم میگم ما مایلی پیغمبرمون میگم اقرات کردن اگر دروغ بگم اینا الله در طور سرم پیغمبرمون اقرات کردن تشکیل حمایت میکنی یعنی نظامی که پیغمبر اقرات میکنه تشکیل مسلمانی هست اقرات کرده امنیتی پیغمبر اقرات کردن خدا والله خدا را اقرات کرده گیان میگه خدای تو نیست خدا تا کو بوی اردمت کنه قپیدگی بردگیشن تو شکنده ایت کار چیه یا نام و فامیلش رو بطرا بگم تو پرکراری یا خیلی دروغ میگویم بسم الله تو دروغگویی همه گفت تو میگوی دروغ خیلی چی بگیم مخیم اینمی دیوانه را چی بگیم مخی دیگه برای اسدلا که الله لعنتش کنه استاد پروسا همی را نبرورن همینجا پروسا همی چرککور را همیجا نبرورن تمام الله حفظتون کنه الله نگهبانتون باشه پروردگار هر چیز زودتر این مردم مبارز انشاءالله پیروزی را نصیب روزیش بگردونه پروردگار دشمنای ما و شما را الله مهربان دشمنای دین مومن اسلام خار و ذلیل و بدبخت ناتمام بگردونه آمین اللهم آمین انشاءالله اللهم آمین سلامت باشید نر بارک الله برادر خداوند جوانای این ملت هر چی تستر بله سلام علیکم بفرما بله بله برادر یا برای کتی محمد اقبال گپ زنی کی خودت گپ زد بله گپ زد گوش کیسم سلام علیکم علیکم سلام ما یک سوال ایده برای شما نه من هدف خود برای چیزا نم هدف خودم برای هم یک تو در مالایزیا نگریزی نگردی تاجیکستان برای زندگی کنی اما برای چی وقت در مالایزیا نگریزم ما در مالایزیا زندگی دارم خلاص برام که میخوام که در وطنت زندگی کنی مهاجر نشه پناهنده برای چی شما وقتی که نه شما برای چی وقتی که در قدرت که بودین ما در قدرت نبودیم اینجا ما در قدرت نبودیم اینجا در این وظیفه ما در وظیفه هم نبودیم شما در این وظیفه استفاده نبود استفاده در اقبال همیش مختم چیکار کردین ما در قدرت در دولت در دست ما نبود است که ما یگان کار کرده باشیم دولت در دست ما میگم دولت در دست ما نبود است دولت 33% همگی 2 سال که همین وقتی گذریش جنجال با همه رفتن همیته رحمان رو همه وظیفه را گرفته که تو با ادامه قدرت داره من میخوام تو در مالایزیا نگردی در وطنت برای بگردی 15 ساله در این وظیفه بودین هیچ وقت والله قسم این مردم هیچ وقت تا سال 2015 در وظیفه نبود است همین 2002 3 تمام ای همین 99 تو 1 2 3 زیاد 4 تمام دیگه هیچ کس نبود در اون وظیفه اما با خدا قسم دروغ والله دروغ میگوی والله دروغ میگوی تو سال 2015 یک آدم بیا بستولی یا آدم بیا که تو سال 2010 در وظیفه باشه مرحمت یک تاشن موشه بگی یک تاشن موشه بگی مرحمت مویدین کبیری در دولت نبود است رئیس حزب بود است نماینده حزب در پارلمان بود است او دولت نیست اما او وظیفه او در پارلمان شیشتن 63 تا دپوتاتی یعنی که لوبای خلقتی آواز میدادگی هست در مقابل 63 کس 2 کس آوازی نه بگن چی فایده میشه بستوخی
من ترا گفتم سال 2010 یا آدم بیاو که در وظیفه باشه. مرحمت یک تا بیاو. مرحمت. یا آدم والله بالله طولوی همین همتون وظیفه بدین میگم یا آدم بیاو قسم نخه حونیس چیزی حاجی علی من نیست کرد من ترا گفتم که یا آدم بیاو که در وظیفه دولتی باشه همو آدم تا سال 2010 100% همو آدم غول همین حزب اسلامی همین در دولت نبود است یا حزب قانونی رسمی به مانند حزب خلق دموکراتی به مانند دیگر چند پرسنتش دست شما داده بود همین انمی نفهمیدن همین مردم شما خراب هم را کردین 10 سال شید 10 سال شید همین حزب 10 سال شید همین حزب در وطن نیست چیکار کرد رحمانوف سوی داری زندگیت خوبه مهاجرت نداری بهتری چیکار داری در همین 10 سال شید 10 سال بودم چی دام مهاجرت 13 سال من گفتم تو سال برادر گرامی خواهش میکنیم وقتی که یک سنه میفهمه گپ نزنه همین معظمی همین 33% تا سال 2003 تا سال 2004 بشه ماکسیموم تا 5 دیگه همش همون پیر کمونیستا پیر بوزبلا همونایی که همین قطع رحمانو بودن از 33% گرفته بودن همونا مونده بودن یگان آدم دیگه ایتری نبود است که گویا که دولت در دستش باشه و اداره کردگی باشه ایتری گپا نبود واپشه نبود تماما نبود وقتی سال 2010 در انتخابات پارلمانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برد 70% رحمان و بعد زدن از سر کرد پول میراست دیگه یگان نمود خیلی راه نموند تا اینکه سال 2015 پول نی پرابلم را سر کرد یگان مخالف نموند دولت دیگه این رحمان بود که کار کرد یگان کس یگان گپ دیگه شده نیست قبل از اینکه گپ میزنه اول تاریخ خوب بفهمه اول بخونه اول اهمیت بده در پارلمان بودن 2 نفر نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مقابل 61 نفر دیگر اگر هر چیزی را که او ها بگن هم آوازی ها بده 2 نفر نه بگه چی گپ میشه و هیچی هیچ وقت حزب نهضت از 7 8 10 دپوتات کم در پارلمان بریدگی نیست 70% پارلمان سال 2010 بریدگی نموندش رحمانوف در اومدن یعنی که از وقتی که از یعنی گپ میزنه به دلیل انمیای بیسوادی شما اول بفهمید 10 سال شد حزب نهضت نیست رحمانوف مهاجرت کم کرد برتون داد مردم ظلم کم کرد یگان پرابلم را کم کرد چی کار کرد اینا 10 سال شد نهضت در تاجیکستان نیست چی کار کرد رحمانوف هیچی پس وقت نهضت در تاجیکستان بود چی بهبودی بود بهبودی همین بود که ظلم نمیکردن میترسید یعنی که کارایی که نمیکرد که مردم اینقدر ظلم نمیدیدن پس فهمیده میشود که وجود نهضت در تاجیکستان برای مردم رحمت بود است وقتی نهضت در تاجیکستان برآمد مردم مرغ کرد زچومارید کرد زندانی کرد پرابلم کرد همه کاری که خواست کرد برای که دیگه در دولت یگان نمود خیلی مخالف نیست انمیای قبل از اینکه گپ میزنی خواهش میکنیم اول بفهمی بعد گپ زنی برادر عبدالرحیم اگر که داخل شد صحبت کنید عمر بله سلام علیکم فرما سلام درود استاد امیدوارم خوب هستی رحمانوف من فکر میکنم این لعنتی هم کاستم برک گاز که چوگا کدگه سلید میخواه حالا اینه رسو کنه این جونش کوز بوری برومدگی ای انشالله پیروزی نزدیک انشالله از الله امیدوار هستم انشالله سرنگونی اینو نزدیک انشالله استاد انشالله الله حفظت کنه انشالله هم صحبت میشه سلامت باشه برادر بارک الله خب اینو فکر دارن که ما یعنی که به شکل های ما میتونیم که کارهای را انجام بدیم و بگیم گویا که مردم فریب کرده می شود در حالتی مردم فریب کرده نمیتونید بله سلام علیکم واتساپ فرمایید واتساپ اینترنتتون بزیبای واتساپ بله واتساپ واتساپ بله واتساپ
اینترنتتون بزه نمیدونم چرا ولی اینترنت شما خیلی بزه است. بله بله واتساپ خوب صداتون نیست. خوب بله تاجیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین سخن، امیدوارم خوب و سلامتی. سلامت باشید. ما روزی روزی همو بحثی اسدالله و اینو را همو بچه ها خطی همو گوش کرده بودم، برای همو داخل شدم و بچه ها میگن که من خطیش کار میگیرم. ما چی مصلحت دادنیم بچه هایی که در درونن، بچه هایی که در همه چی گوم در همه وایای حیزی حقوق کار میکنن، هدف بچه ها کلانتر گیره. هدف ما اسدالله نیست. اسدالله بیچاره خودش یک گدای نونش میکنه. یک گدای نستم دلی بیچاره را چی میگوی خیره به حالش مرچو میخندن. راست میگوی به خدا. بله مایم گدای تو بعد گفتنیم که هدف اونا مقصد که همه چگون بود و نبودی همو یتیم و فا همش بچه ها مقصد انیخ کنن، کدومش دست جو زندگی میکنن. از کیای بوامتری این عید رمضان رحیم کروکشا انا اینو را هدف اینو را بگیره بچه ها شروخا این مایده چایده بیچروی کمبغلی پوچکنده این هم حکمت علی شوا این را چی میگویش نگویش؟ این خودش بیچاره گفتی که پوچ دکشش دیگه داشتش سالدارش دیگه قنچا گشته است دیگه. یا چیش میگویی؟ اسدالله نیست. اسدالله را باید وظیفه میتیم انشالله. اسدالله را وظیفه میتیم با وظیفه دیسک فروشیش میتیم. دیسک میفروشه انشالله. حکمت جدیده دیسکای یعنی که صحبتای پیامو را میفروشه تقسیم میکنه در بازارا میگرده. یا عربچت میگیریم دیسکا را میفروشی میگردیم. بچه خوب باشه، بچه خوب باشه انشالله خدمت میکنه. نکنه همینطوری سری گودکش دا کلونی کلاس زن و فرزندش دا همیش برای ما بسنده. ایده هیچ اوزار هیچ گپ نیست. فضا همو خیلی همین را باور میکنه. خی همین اسدالله فضای تاجیکستان همو خیلی همین اسدالله باور میکنه. دا معلوش حق داره همین را حقش بتیم که همون گپا و همون چیزایی که در دیلش هست همو را بگه. ولی ما همین وقت ساعت شوا و خداوند رو مناسب کنه همین ما دلیلو خاطر بگیم که رحمان فی نمی قبلی تر دیدگی اوخی اسدالله نخو ملت من در دنیا خور و ذلیل باشه تو بخیزی بگم پیشوای ملت نخو در تاجیکستان یا آدم یا پیشوا باشه. این ملت سعدی و حافظ دنیا را جموندگی هم باور میکنی. خدا شاهد این ننگ رحمان و اسدالله این رحمان و ننگ خطی دا معقول معلوش. ما چند تا همین بچه‌ای که اسدالله معقولشون همین رحمان و کوی هم مصلحتشون میتیم. اگر باشه زنده باشه چیزی باشه نباشه خبر خونتون برای ما در کار نیست. همین ما یک فرزند همین ملت ما در خانواده ما در اهل بیت اوخی در کار نیست. همین کدوم میده که معقوله بگیره یا روز هم شه همین یت تقسیم کنی خونتون برای ما نشون. اوخی یا روز میمونیش دو روز یا هفته مندش میکنی مهمون دوریش که اوخی دوری از همون بر مهمونش که بیچاره خشم یک نون یک در خونهش و یک کس او دودگی نیست. هم تو برش نونش بتیز همون را نگاه بینش که من روزیم دا همی یکون کلمه گفت نمیگم بچه ها را فقط همین اکی دوبلا وقتانه بیسان نگیرم و اسدالله من نمیخوام قطعه یکون چی بگم انا امتا قهر میکنه با هر چی میگی مرا با قهر میکنه. من اتدو مرا میگم من از نتدو ما هیچ از نتدو خسر بچهش بیا گفزه خسر بچه دوملو همین تو آدمی دستایی نباشی راستی که بگم عورتی اوزاد نداریم در خونه در اولاد ممکن من تره بودیمون اوخی تو دستایی نیوخی خسر بچه تاکه مقدسات نداری خسر بچه تاکه گفتی که با یک خواهری مغل دارم میتیمت خدا خواه سلامت باشه یک راست میگوید باید به هدف کلان کردن در کار بارک الله. خدا همین کتاش همه توشکوش هم چیزاش انیخینه تمامی دیگه بیچاره یورد
مو نشون سلامت باشه کم. سلام علیکم. علیکم السلام. واقعا راست میگه. بله هدف باید هم وقت ما کلام بگیریم، نه اینکه یعنی که هدف ما مایده باشد به این، یعنی که به این افرادی که واقعا نمیتونن یگان کار کرده. بله سلام علیکم. باور که یگان 50 بار زنگ زده سه ولی نمیشه واقعا صدا نمیتونی. بله علیکم السلام. بله بله سلام علیکم برادر. سلام و رحمت الله. بله خواهر. ابی قنغزایی که از برامدیم برامد کردیسیان هوای رو گفتنیم که پت نکنی پیش ایختون قلب نزنی. گفته استیان که شما چکو کدی زنکو چکو کدیسیان در روسیه این قصه oldu این خشکانی گاب زنی زنکو را چکو هول احول یونا بیوتو بین در ایجا با گاب زنی مایمون قنغز سیو اقتو ویستوپات کدیستی کو کنده سوختگی برامده ایجا پاک کدیستی پیش ای همه قنغز ayşe گابزه او قنغز گپش فایده نداره. پروست هم قنغزا موندم که یا با چهرهش ببینه بفهمه که تو خواهرها قنغزی سیاد میگن. تا قدری مادری تاجیک اگر که بدونی در این وضعیت که مادره این ما ایرا ما میشناسیم برادر ما یورا همش دونه بدونه میدونیم کیه چه این افیری ما در ندارن. این افیری ما را حرام نکنه کثیف نشود. این افیری ما را حرام نکنه این کثافتو اومدن 25 کدیسیان پاک کدیسیان ما میدونیم چی گپای خود در تاجیکستان همش دونه بدونه میدونیم چی اکما اشما سوال داریم پرسیدنیم که همه آدمای امنیت مکتب اومدن همی بچه مکتب مثلا خولیگانه کردن مکتب تموم میکنن اومدن فریب کردن استیان که مقصد که موتور امنیت میبریم خدمت میکنیم در همونجا چورمو و این بلیت میگیریم روز با تعریف کردیسی به عقله بخوریم که اوچه هم خالی گفتم یکم جونه میره گفتم او مقصد شونه که هم بچه ها را میقپن هم بچه های تلکوی را بعد پیشش میدوزن یا پستلیتش میتین بعد تو اینکه مردم دشمنش کنن. این هم گپ پای دیگه اگون گپ دیگه ندارن. رحمان ما بعد شما که بچه گوش کردگیم در اونجا همش گفتگی چی میشه بابا سین بچه‌م گفتم میفهمم تا که به ایمون شوی کافیر شوی تو میگه چی به اوچه گفتم اونجا که رفتی به ایمون میشی چیم تو اونجا رفتنم مطرح خودم میکشم گفتم خودم میبرم گورود میکنم گفتم بعد اصلانتر میشه وقت آدمای امنیت مکتب کو نگرده تا گودکایی که کمتر تو گپ زنن ریس دوران کو گودکا را نبره ریچ نما من فرزند من نمیتونم که دشمو بری را اونجا آدم کش خود تیر شوه که یک خونی بگناه را بریزونه. احسن خداوند همترین مادرها را صفشون بیشتر کنه. والله بارها گفتم ریچ نما اگر من در هم تاجیکستان باشم بچه ما را بیان همه عسکری بگیرم برند اوسش اولش الله بزرگایه بعد دیمشم کریمه های من فرزندی خدمت لیچ نمیکشم خدمت میبرم در عذاب گرفتار میکنم لیکن بچه هم در شما نمیدیم برای که من هر 10 سال بچه کلون کردم کیونیش در مرسیدگی همی دولت ها همی خشکانی ما در بگن یوریش دستی کمک در ما چی رسیدگی که من زنی تنها ما بودک ما کلون میکردم از کاری میبرده اونجا کانتوز میشده دیونه میشده یکم چی میکشتیم میوردن میدودیشن زشتو 100% زشتو کن مادر خشا بگه همی خشا زشتو بگی مادر چیکار کردگی مکتاوشا پولشا میتیم لیبولشا میخریم همشا میکنیم چیکار کردن چی یکم سواد ندارن یکم چی نمیدونن عموما با وقتی که مکتب که تمام شید میبینن که کم بغلن که یکم جو که داخل کردن میتونن شد و میان اینجا با لپشه بشید میکنن محیطه میکنه اوتا میکنه یکم کار نمیکنی روچه میبرن روچه خط کافی نمیشه وقتی شما نمیخواد گفتنی بدم برات سلامت باشی مادر گرامی خداوند صف شما را بیشتر کنه. وقتی یه مادر سواد داره وقتی یه مادر جسور میشه از انا همینو شعرهای نر این ملت میبرن که این ملت هم میتونن نجات بدن. اگر همه مادرای ما بمانند همین مادر باشن این ملت پراکنده نمیشه میدونه که محمد اقبال نو حق بود در مقابلش مادرش میگش که بچه‌م محمد اقبال نو حق در مقابلش باش انمی مادر میگش انمی مادر انشالله که ما زنده باشم انشالله این چی میگن همین دوری همی که اومدگی هم پرزیدنتی همش تموم میشه و همه چی گذرانده انشالله این شعرهای مردی توجیه هر یک شعر
هر یک مادر که میخواسته رسم میکنم پروسولم خشتگی هم پروسا توقات کدیستیم خیال نکنه که ویچ نهی دنیا هم خیلی میسته هم خیلی چرخی گردون هم خیلی تاو میخوره اینی خیلی بزیچو میده این خیلی لرزه که گاو میزنی زور تون دیگر نمیرسه به حقارت میرسه بمری به ایمانوی کوفی رو کوفیر این کارانه میکنه که ما در شهری کوفی رو رنگی شما پستی حرامی پس کودن نیستم 100% بمری به همون روستان بروی توجی که اکون نول کدگی نول میبینم میفهمم که ما توجی که امپون خیلی بچهش میه عجایب بود نگاه میکنم وقتی که اگر که میفهمم که ما توجی که نول شیرگیم دارم و عرینم خیلی دولت دوری بله واقعا راست میگه مادر خداوند حفظت کنه و الله فرزندات تا نگهبار باشه و خداوند به وطن بر بگردیم با سر بلند انشاءالله که انشاءالله هر چیزی که ما میکنیم باید در خدمت اینمی مادر و انمی مردم باشیم والله قسم اگر رحمان و در فکر ملت میبود یگان کس نمیتونست که در مقابل یعنی که رحمانو بیسته ولی رحمانو ملت کشت زن کشت کامپیر کشت کودک کشت پرابلم کرد ظلم کرد تحقیر کرد یگان انسان دوستش نمیداره والله زنگ میزنن بچه ها گریه میکنن گرجدنست و دولت های امریکا و اروپا را داره میگم من زرگی همه گرجدنست برم من میخوام وطنم برم گریه داره شو مردگی هم پدن علت ما برم یعنی این مردم با میده جوشیده استن برای چون کل میکنم برادر ما کومری وقتی که من را میپرسم کجوگی میگم توجی تاجیچکا اون خیلی نگاه میکنم چه توجی گای کومیر نیستی میگم نه تاجیچکا میگم تو هم کومری هم تا کو نمیخوام که موگاو زدن این اگر خودشون گام میزنم خوارو کومیری میگم ما دشمنش ما نیستیم ما شما را همه بیشتر دوست میداریم او بروی شما در پیش ما بالاتر مردمی کلینوی که دوشنبه هم شما را دوست میدارن حرمتون میکنن شما خیلی فکر نکنید که ما شما را شما ببینیم بعد گاب میزنه وقتی توجیک همین کدگی که ملت با ملت دشمن کدگی دیگه 100% خداوند صفی شما را زیاد کنه واقعا خوشحال میشم وقتی زنا و مادر و ملت هم میفهمم که فکری آزاد دارن واقعا یعنی که همی ببینه غلطه ببرو بگو محمد اقبال غلط کرده است همین فکرت غلطه همین فکری غلطه نکن من 100% قبول دارم یکی فکری غلط یکی من در مقابل ملتم یگان غلط کرده باشم برای گپ زنی من در مقابل یا اویلا یگان فکری غلط نداری هم موضوع گوش کردگیان همه میدونن که چی بود رفتیستگا هم موضوع میدونن همه مینویس دارن کتی که هم شیستیورکا که میرسشه همه شیستیورکا کدیسته وقتی که تمام شد و ایران با نواد گرد بله 100% با تغییر مختن امید بنده با امید ما با انشاءالله با امیدی وقتی که ما برنامه شما را گوش میکنیم اینجا اطرافی ها ما را میبینن میگن گوش نکن ترمان میکنم امایل مون ترمان کنم در ترمانی میگم ای فرزندم دورم جدویم مون ترمان کنم تو هم شکستن ما در ترمان باشم در جایی که بون بریم همونجا در مین بریم فرق شیوخی برای همین گوش کردن خداوند خار و ذلیل کنه مردی که دست به زن تاجیک میبرداره الله خار و ذلیل کنه یعنی که مردان نومردی که اشک مادر تاجیک هم میریزن خودش در روسیه و فرزندش در تاجیکستان کار کرده است تا فرزندش بخورونه ولی پدرنلد میخواد که بگیره برای بکشش انا دولت دیگه اگه چیز دیگه نمیگه انا دولت بیریوز از شاد میکنه شما گاب نزنه بیزنه شما بیده ایجا دایی خمه کی 25-30 گرادوس خمه که بیرون گشتانه میشم کار میریم ساعت 6 ساعت در کار میرم مردم از عذاب شبی میگه که تاجیکستانی بودی چه ساعت 5 ساعت زنگ زدن سیبه نداری میگه تو ساعت 5 یک دادری سنتری دوشنبه در سنتر زندگی میکنم سوید نیست برای چی میگه ترانسفورماتور کافی دای ترانسفورماتور در 1 ساعت سوز میکردم 10 ساعت سوز میکردم با میگه با در چیو بخوی دوی در چیه یک چند 300 سمونه 1000 سمون پری سوید میبیوه که یک ترمیکسی یک ریتاوی یک گازه یک کی farki bu muna kıcır o da ayrıca o digazda deste çilap şabeşit mikne maymuno ya bromade maymun bozika deste kuja minbari استغفرالله sabah maymun کنم گپوی میتونم سلامت باشی اپا جان واقعا درد دلی همین ملت هم میگه وقتی یا مادر میدره یا گپ میزنه یعنی هدفش از سوزش دلش گپ میزنه
از فرزندش دور کرده است، فرزندش ندیده است، مادرش ندیده است. تخنیکی ای در وطن باشه که فرزندش رهبری کنه، نگاه کنه، تربیت کنه تا اینکه به جامعه فرزندای نیکبتیه در فکر شکم فرزندش، در فکر لباس پوشیدن پدر مادر فرزندش. الان ای دولتی ما، پس ما باید برای همین خدمت کنیم. این غریبی پدر مرد استاد نکردم روی خطی فرقی جنازه پدرم رفتن با گاب می مالی برادر. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشه اپا جان. سلامت باشه. الله سبحانه و تعالی صفی مادرای به مانند شما را هر چی بیشتر و بیشتر کنه. سلام علیکم. بله واتساپ. واتساپ بله. واتساپ بله. بله بله. ما کاتیت ما یکم اقرار نکردم که برادر ما سوال بود، هم سوال ما گفتم که بفهمم. خلاص ما گفتم سوال تا فهمیدی تمام دیگه. سوال فهمیدی تمام دیگه. تو سوال ما را جواب ندادی. سه سوال تو جواب نداره. تو ای گروزیا شی، ای مالایزیا بود، پای گروزیا بروم. امنیتی و لوبو خیر گفت که گپا کار دارم. سلام علیکم. بره عبدالله بفرمایید. عبدالله صدا هست؟ خیلی پس عبدالله آماده باشید. 4-1. بله 4-1. میکروفون تا گیرون که گبزه 4-1. میکروفون تا گیرون که گبزه. خب نیست. عبدالله میکروفون تا گیرون که گبزه. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشه. سلام با بینندگان و برادران مبارز غریب مسافرها. الله هممون موفق معید سربلند گردونه. احسن برای مادر، برای مادری که واقعا خیلی هم با جسارت، با شجاعت، خیلی هم برای حمایت از فرزند خود، برای حمایت از فرزندی که نمیخواد در اون مقامایی که با ظلم و ستم مردم کاری سرکار دارن، فرزندش دست به جنایت یا به ظلم مردم آلوده شوه، پسرش باز میداره که تا اینکه در مقامات امنیت خادم خدمت نکنه انشاءالله. واقعا مادرها همین خیلی مادرهای همون گردآفریدا همین خیلی همین گردآفرید ملت مثل همین مادرن. احسن. هزار رحمت برای افهمون که واقعا زن مهاجر هم شجاع هم با غیرت. من حیرون که این اسدالله چی میخواسته باشد در این برنامه، برای این منبر مهاجر واقعا برای مردم مهاجر، برای درد غم مهاجر است، برای آدایی که آنهایی که از وطن دورن، از زن فرزند، از پدر مادر دورن، غریبن. آخه من حیران وای در داخلی وطنه و چی در داشته باشه که در برنامه میبره. این واقعا منبر ندا است، منبر صدای مردم است، صدای آزادی، صدای آزادی خواهی مهاجرای که از این مهاجرت خسته شدن میخوان به وطن برگردن. همین حیران من در چند برنامه همین اسدالله رو میبینم. هدف مقصدی برام چه نمیدونم چی میخواسته باشه، یا که حتما مجبورش میکنن که خواه نخواه تو باید ببروی میمری میزی باید در برنامه بروی، در برنامه رو بخش بگی 4 مهاجر دیگه حرفی گفتنی داشته باشن و یا گپ نزنن. این همه مقصد اینه. من نفهمیدم. سبحان الله. تو وقتی برنامه رو میخوای بگیری که بگوی که پیشوا نمرده است. من هدف تا گپ زنه که تحقیرات نکنی. نه اقرار نمیکنم. هدف من همیه که جوانو هم محمد اقبال این باری موجود شدگی های مقصدش پل کل کردن نه. چی پل کل کردم؟ 3000 آدم از زندان بردی. 3000 آدم من زندان شدم یا پیشوای تو؟ من که زندان شدم یا پیشوای؟ من جنایتی تو قانونگذار شد تاجیکستان. من چی جنایت کردم؟ من چی جنایت کردم؟ ممنوع. برای چی ممنوعه؟ برای چی ممنوعه؟ برای که پدر جنگ اداختت میخوره اگه پدر جنگ بود برای اون قدر این میره دیگه یگون گپ نداره. این دیگه گپ نداره. همین
واقعا هم برادر عبدالله صحبت کرد. من خواستم که بمونوش کنیم یه آدم بی موهیت های واقعا یگان گپ نداره، یگان گپ نداره. برای برادر عبدالله دوام تیه. اسدالله که برادرم بگی امروز اسدالله به هر حال گوش که اسدالله این برادرایی که غریب مسافرن کو اینو درد دارن، اینا غم دارن، اینا فرزند هم ملتن، اینا موافق کنستیتوسیون تاجیکستان حقی سخن دارن. کنستیتوسیون تاجیکستان سر قانون آزادی کفالت سخن گفتن هر انسان دادگیه. اگر 10 میلیون همش باید با اجازت رحمانوف صحبت کنن، با اجازت رحمانوف باید شکایت کنیم، رحمانوف اجازت ما شکایت کنیم که مقامات از حد گذروندن، مقامات درندگی دارن، فقط همین چهره انسانی دارن اما تینت حیوانی دارن، تینت وحشیگری دارن. تو کمک چند ساله عمرت ممکن از ما جوان باشین، کمک فکر که برادرایی که تو تهمت داری که محمد اقبال پس پنجره، محمد اقبال در کدام مقامات قدرتی شما کار کرده؟ محمد اقبال یک شخصی داعیه، دعوت کننده به آزادی ملت است. وقتی انسان آزادی میخواه، برای پیشرفتی از همین مشکلات، از همین تنگنا، از همین ظلم و ستم نجات یافتن، باید حرف گوه. وقتی باید حرف میگه یا که حرفی یک گوینده حق اگر تصدیق میکنه به طریق پیسان کردن، لایک موندن، و شما نامرده که انسان هم برای 5 سال میته، الله نعلت کنه همون مقاماتی مفتشاتون و از یوسف رحمانی درنده قاتلی که چندین انسان را برد به سالهای طولانی برای یک لایک، برای یک صحبت یک از پیسان میبید. نفری که صحبت رحمانوف پیسان میبید، حکومت آینده اون کسی که بر آمده رحمانوف لایک مونده باشه، همه پس حکومت آینده پس پنجره بنه. شما در وقت حکومت روحانی رحمانوف بر آمده و پیسان دیده، این مگر از روی قانون است؟ آیا همون انسان مفکورش همون گپ باطلی رحمانوف قبول کرده است پس لایکش مونده است؟ انسانی که سخن حق از جانب خواه محمد اقبال است، خواه از جانب دیگر گروه های مخالف است، وقتی او سخن پیسند منه برای نفس من خواهشمندی همون سخن انسان و همون سخن من گفتن، اما از جانب من اون انسان وقتی تکرار کنه من اون سخن قبول دارم، خواه به طریق لایک من لایک میمونم، خواه به طریق کفکوبی همون سخن برادر میپذیرم. برای پذیرفتن سخن محمد اقبال تو چه حق داری که انسان بری گویی که تو دوای لایک موندی، یا که برای یک کمکی همون مخالفت به حکومت رحمانوف 100,000 سوم گذارونید، تو باید 5 سال برای حقوق محروم میکنی. مرگ شما باری حکومت دارو، مرگ شما، مرگتون بیز. اسدالله تو باور که والله و خدا این برآمدن تا احمقیه. تو کمک برای قطع داینه نگاه کن، کمک شرم که خجالت کش فکری هم شهری ها هم وطن اخت نمیکنی. میدونی در تاجیکستان قوای کاری همه در خارج است. بودجه همین دولت در حساب همین مهاجرایی که با حکومت همین رحمان و حکومت هم امنیتی و حکومتی های دیگر مقامات های تفتیشاتی، جوانی که یک کاری نکرده است فیرادش میکنه که همین قپلته 150,000 شک گرفته، با بعد 5 ماه با فیرادش میگه بیا ما کارو داریم. با رفت ایده به خاطر چی؟ به خاطر ده ملیسای احمق، پلیسی که تو او زنی تا حرامه، تو اصلا نکاح چی داری، چی طلاق برای تا هیچ، اینا یک چیز یک ترمینولوژی که تو بمب میفهمی خونه سوخته گپوره. به این خاطر بمب برای همین حکومت فساد زده یا همین حکومتی که 35 سال مردم در بدر چول بچول کرده، با امروز میبره دفاع میکنی. یک جوانی که میبره ده هنگام حقی سخن گفتن داره، تو محکوم میکنی تو چوا در گروه مخالفا گپ زدی، تو چوا لایک موندی. پس منتظر باشه حکومت رحمانوف ان شاء الله خواه نخواه امروز فردا است یک روزه اثر میره. بعد همین خطا اسدالله برای این برآمدات اگر میشه حکومت آینده گون اسدالله جا بیا تو در وقتش دوام برآمدات علیه مخالفا که از حکومت دستشون های اکثر چیکارت کنیم کو اسدالله خودت حکم اخته برو روزی نشه که 5 سال تیم یا که نیکما یا که اولم کمش کنیم. به خاطرش در برنامه مخالفا برآمدی، مخالفا رو محکوم کردی، مخالفا رو متهم داری، پدر مادرش رو متهم داری. این کار از روی نه عدالت است، نه روی انصاف است، نه از روی همون حقوق های معیاری کنستیتوسیون تاجیکستان است. درسته. خداوند همه تا هدایت کنه، الله همه جوانو را هدایت کنه. مثل مادری که برای ما عبرت است. من همین مادر باور که
هم مایه افتخار ما هم مایه خجالتی خند میکنیم. چون من مردم رنگ اوند غیرت ندارم. چون ما مردیم ریش داریم، نام مردی داریم، مردی را حرام کردیم. همین مردی به ما حرام. بله 100%. سلامت باشه که عبدالله. الله حفظ باقی در امان الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی، برادران زیادی در خط ایستاده هستند. برادر عبدالرحمن یعقوبی جوبیر. ولی خوب در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. فعلا 523 لایک، آخه نمیدونم 3200 نفر 3300 نفر بود 3260 نفر. بله در گذاشتن لایکاتون رو خان کوتاهی دارد. عبدالرحمن بله. السلام علیکم الله برکاته. ندارد اگه خونش بسوزه و جون مرد یا که نمرده بازم خونش بسوزه. نه که همین جهاز اسدالله یک گپ دروغ زور گفت. همون را اگر ده همون باشه که یا تو چیزش که میگه 3000 نفر زندانی کردیان روش سیاه که دروغ گفت همیجا ده. اگر همونجا باشه بود رویا او چی میتره با حقارت اثر میکنه. نه حقارت نگم تا خیلی 3000 بو میگن که 3000 نیست کو 3000 نفر ما زندانی کردیان. همین خیلی همین که بود رو اسدالله که بود رو 01 01 10 10 1 1 11 10 10 کی جوی نمرای شارخ هموندگه که گویا قطعی شارخ کار میکنه. ده شاهینی شارخ درمدگه ازی شاهینو شارخ خیلی هست. همون خواهر که نو گاوزد خواهر بود افا نیمی هوای نمیشید مرگ به همون جواب مردید. تمامی وزیرایی که میلیارد دلار کار میکنن نمیدونن همینجا رنگی تری چاپلوسی نمیکنن. تو فقط همون 100 سومون کار نمیکنی به همون کانالت میدریخت هم قروسیه کدی در نزد مردم که پگه ایروی تو صغیره تو شرمسار میشوه. ایروی تو روسیه صغیره تو شرمسار میشه در بین مردکا میگن اوتت بز بود. اوتای تو را اسدالله بز میگفتن. تو بچه اسدالله بزی شرم نمیکنی تو. میدروی میگه که 3000 نفر ایروی تو برای چه گناهشان و 3000 نفر زندان کردن. یا بر نگفتی علی اسدالله. بعد مقامات ما را زنگ میزنن میگن که بیای ما شما را میبخشیم. شما چه ما را میبخشین؟ اسدالله میگه 3000 نفر زندانی کردن. کدام تا باور کنیم؟ اسدالله یک جا گفتی که 3000 نفر از زندانی کردن. کو گبزه؟ اسد 3000 نفر سلام شایمون نشوه میام میبغور وقتی آوردن کو زندان نشوه. همین حالی تو دکیجای اسدالله اسدالله همین تو دکیجای خودت در تلویزیون تو در خونتی یا که دبگیر دادم تا ششتگیان ای ام وی دی و ای اوبو پای امنیت دگیر شتگی یکم نفر یا که خود برنه هم خیلی شما هم کماردی دارین که نه ما پرسیده سمت رنگی مازده کخلی اسدالله سر رنگی جایرا جغاف نکن. پرسیده سمت رنگی ده مردک ما قطعی تو دشمن نیستم بالله حق کنه ما دشمنی تو نیستم. تو کی جای باشه دیونه هشاری بزی کالبزی تو تاجیکستانی مایی پا دمارس برم ما قطعی تو دبری توم. ما در تو دشمنت نیستم. چی با شما یک نفر وقتی که میخواه بیچاره حق گپ زنه زندانش میکنین. همین را یا بر میفهموندی اسدالله 3000 نفر فقط برای محمد اقبال صدرالدین گپ زدن قطعی زندانی شده. چرا امام علی نتونست همون را ببخشه همون زید محمد اقبال صدرالدین شوه؟ گپ زنم بر اومدن او چای پیشوی ملت حقارت کردن تحقیر کردن تهمت کردن دروغ گفتن همین حقگویی. اوچای ما را حقارت کردن درسته؟ اوچای ما را حقارت کردن درسته؟ اوچایش ما را کی حقارت کرد؟ هر کدومت که در امنیت کار میکنه پیشوی میلاد حجاب شایسرش گرفت. پیشوی میلاد حجاب شایسرش گرفت همین حقارت نیست؟ نه شایسرش حجاب شگرفت. حجابی خواهر و مادر ما را گرفتن حقارت نیست؟ آخه کبیری گفت حجاب مهم نیست یا؟ چی باورا کافی نمیگوی؟ کبیری گفت که بچه آدم ها ما نگاه میکنیم سطرش بودا مهم نیست گفت.
نه همینطور سوال میگو که کی حق راتر بست خبره برای خودش پرس بست ولی تو بست نه هر اون سوال جواب تا پاسش کابلی و حبیبی نرواتی مادر خواهر مورا چی با که مرا علیش میکنی اسدلو چی با که مرا علیش میکنی نمی خطی چی کار مرا علیش نکن رئیس حزب نهضت گفتی مونشت نهضت تا سوال جواب بگو 3000 نفر چی داد زندان کرد سوال برای تو دا پل گذروندن طرفداری ترک دیگه تو نمیتونیست فهمیدی بعد ورا در همونجا بردن تربیه بگیرن که سوم برای توری سگا گذروندن چی معنی داره فهمیدی 3000 نفر مقصد عموما 3000 نفره نه اینه برای نیکبولش 3000 دام زندان شدگه ماشاءالله بهترین گه امامعلی را بخیریا میشه واگنه برای اختا فهمیدی نه همین خیلی مردد نه تو با همین فکر عقیدت بخیزی همین گپ با پیشگیری کنی برای یا لایک موندن یا تای دیگه برو مدن اسدالله هوزی با همین رنگی تیا تای دیگه در درونی کدوم کابینت شتگی بود اگر در وقت یگون گپ اسلامی شوه میگه که دولت اسلامی افغانستان بین جنگ زده های هیچ قانونی خلدان نداره در وقت دموکراتی شوه میگه که امریکا دموکراتیه امریکا شما نه گرم نه خنک نه میاسه نه ریبین خاطر شما هوزی خاطر اینی دا چیز زندانی را گوزستان دا کبیری میره دا کی میره 3000 نفر آدمی کمکه که اسدالله 3000 نفر کمه ایقوال پس بگو 3000 ای پشت زندان شد کمکه که اون پرسایمه برای کدام گناهشون یا بار دیگه بگو اسدالله برای کدام گناهشون برای که یا آدمی را که طرفداری کردن پدرش دولت قانونی حکومتی را برهم داد جنگ شهروندی تشکیل کرد محمد اقبال صدرالدین قلندر صدرالدین پیروی همین را کردن یا میخواهد دولت قانونی جمهوری تاجیکستان را مثل سالهای 1990 تا 2007 اسدالله همیو را چی خیلی افتان بردن همیو را چی خیلی افتان بردن چی خیلی هم بچه ها را افتان بردن ای که جا بردن شون همیو را هم میتونی بگوی محمد اقبال اما آدمایی که شد گذروندن زبربنگ روسیه همو پا گذر چک کفتنسوش را پیشنیاد کرد داد همش بودن اکا اسدالله همین یک قاتل حکمش بلنده یا که یک آدمی که لایک موندگی های حکمی همین در تاجیکستان یک آدم کش باید زندان شود یا که آدم لایک موند تو تایبت فرق کردم میتونی؟ نه ما مایل تو ما انجا شد بگم بفهمم همه در سپانسری کردن در حزب ممنوع تروریستی نه فهمیدم میشه فهمیدم برام میگم که یک قاتل حکمش بلنده یک قاتل تز یافتن درسته یا که یک آدم لایک موندگی را کدومش تز میوی یا آدم در دورین دوشنبه آدم میکشه همون را یافتنش قینده در دورین دسته دوشنبه آدم میکشه 5 سال پیش یافته محکم کردن چی میگویی شده واسه چون اگر چند روز پیش سعید اعظم کشتن نمیوانشه چند روز پیش سعید اعظم کشتن در دوشنبه قاتلش چیکار نمیوان کی نمیوانشون قاتلوی در امنیت کشتگی را گپی تایق بود نه گپی تو همه قاتلوی سعید اعظم یافتن سیفال زرموندی گپی تای یاد روی تای بعد آدمایی که تکوته امنیت آدم دارم ایش شیطانگری چی باید آشکار شید چرا گفتی در امنیت اسدالله آخی ما خطی که صحبت کردستیم که دور قصد چی دروغ گفتیم ما گفته هستیم که قاتلی که اسد امی رحمه امی بچه ای گرمانیا همیرا یوفت دولت همیرا جزا داد سوال نه 3000 بابا میدونم انوای نمیدونم تمام وطنداری تکم تامنیت چی با ملخجی چی با ملخ چی با نمیگه دروغگوی تو چی با چی مرد همه آدم اسدالله چی مرد همه آدم تقسیم میشوه جایی که آدم کشی های آدم الهیده های او جای آدم کشی ده همه را ره نمیتن در او جایی که آدم هم میکشن ولی ترم یکی برن نمیفهمیم کی کشته است
برام اهمیت بده. میگه خیلی کدام میگه نه اسدالله بیا بازی نکن بیا که رنگ مهرب بیا پول مهرب اینا بی دیوانه چی میگوی رنگ همون جادوگره که در ملک سبحان الله کلون میشه بعد دیگه نمیدونه رنگ همون عجوز کمپیر دستش تو دو دسته اینا فایده نداره گپ زدن مردکی دو دسته اسدالله ما قطعی تو دشمن نیستیم تو خدازاده اگر در دور اینا پلانتیانو برای تاجیکت میگن با اگم تاجیک قطعی تو میخزه در بری تو آخی ما قطعی تو دشمن نیستیم ما دشمن این ملت نیستیم ما دشمن دولت نیستیم ما با هیچ کس با یکم کس دشمنی نداریم چهره رحمان فای همین حکومت رحمان فای بخوای بفهمی اسدالله را نگاه کن میفهمی که چهره حکومت رحمان چی به غیری تو یگم وزیر نمیبره دفاع کنه آدمایی که میلیارد ای دولت میدزن چی به دفاع نمیکنن گنرالو چی به نمیدن برای چی طرف پیش کدگی نمیفهمی امیرا چی با طریقه پیش کشیدگی در نظر مردم خطا شمرو میکنی فردو نمیترسی که بچه تر اسدالله بز میگن ای همیون نمیگن زن دیگه معرفش نمیگن زنی اسدالله بز اسدالله بزریو تا ای رئیس قسم نمیگیره ای فرزندم نمیشیده است تو حاضره فقط نمیدونم چند تا گفتی گپو فرزند داری اسدالله فرزند داری شیبا ندارم چند تا فرزند داری تو در فرقشی نداره فرزند این بزریوته یا آدم نقل کرد که اسدالله وابشه فرزند نمیشه و برای اگون زنک هم خواه که کدام زنک گشت که همون زنک بیشتر میره دنبرش بخیزه خداوند در پاش کار نزنه اول ما مقصد ما دشمنی با این نداریم الله بهترین جسارتش بده و خداوند کنی اسدالله یگان وزیر گنرال تاجیکستان جرأت نمیکنه ببره گپ زنه دفاع کنه اسدالله بگم که در برابر دی اونا 300 چند کلا سر و بالا اگر خداوند همینطوری جسارتش داده و شو فردا هم که باشه باید که جای اسدالله ده اگر همین حکومت همینطوری باشه اسدالله باید یک وزیر باشه باید یک سفیر باشه گپ زنی که اسدالله داره هیچ کدام تاجیکستان جرأت نمیکنه رنگ اسدالله گپ زنه اگر نه هر یک گنرال در گریبانش 5-6 تا پاگون زدگی چنین اسدالله گپ نمیزنه دیونه و هشور میبره دفاع میکنه ای پیشوا ساگر نمیدونه که همین دفاع کنیش پگاه درد سری خودش میشوه پدر تا پدر اسدالله بز میگن زن تا زنی اسدالله بز میگن فرزند تا فرزند اسدالله بز میگن این جاش هم فکر که خود دیونه صورت میبره این که بیچاره را همین هم خیال میکنم که ایما و خط حضرت بسیار چیه اجداد داره که همین کای تصدیق شوه او بهانه درآمدن ایجاش هم تصدیق کردنیه که 100% یا که حال همین گپ های بله خداوند آخه بچه بخیر کنه برادر عبدالرحمن بارک الله سلام علیکم خداوند آخه بچه بخیر کنه سلامت باشه برادر عبدالرحمن بارک الله خب بیک صبور ای بیک صبور برو ما بیک صبور همه جمع داملور برارم بولو نه گبزه صدا هست؟ صدا هست سلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملور عزیز امیدوارم که انشالله که خوبی تصحیحاتی متاسفانه امروز دو تا اخبار خوندیم یکی در اخباری настоящее время یعنی اخبار همه وقت که برادرای قرقیز تبار چیش میکننه برندشن استودیه همون آی همونجا چی کردم تمام کشورهای آسیای میانه از اون جمله تاجیکستان ازبکستان قرقیزستان نوتا کردن پاسول روسیه را دعوت کردن و نوتا شکایتی کردن که نسبت مهاجرا چی شده است ناعدالتی میشود در روسیه ایسه گشتیم که اخبار تاجیکی را رادیو آزادی را گوش کردم که میگه 1600 تا تابوت در یک سال از روسیه به تاجیکستان فرستاده شد چی برای این حرامزاده هایی که ما یعنی وزارت کارهای داملا صدام هستن بله تمام باشه این حرامزاده های وزارت کارهای خارجی ما و این کارکنای دفترها یعنی که کنسولایی که در روسیه قرار دارن در خارج از کشور شما همین غیرت مردم نگیره نداره که یک نوتای ناراضگی
روان کنه. یا که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اسمش فراموش کردم دیگه، هم یک کاری کنه که اسمش در زبان بیاد، یک کاری خوب کنه که مردم همو را دوست بدارن. وزیر خارجه تاجیکستان اسیالوف مهردین اخرویچ و خدا همین یک کاری خوبه میکنه که مردم دوست بدارن، نسبت خلق یک خدمتی میکنه که مردم دوست بدارن، گرد زبان نام تا بگیرن بونکی و یگون کاری نکردن. نخو که یک پسولی امو دفتر روسیه را فریاد نکنیم، فریاد شور باشده که در تلویزیون دولتی روسیه با زبانی نمیخیر آشکارا میگن که باید ما سر آسیای مرکزی حمله کنیم، باید حکومت ها یارو از بین بره. محمد اقبال میگه که بیای نوعدالتی نکنه، حق مردم حقوق مردم پایمال نکنه، شما میزنش 24 کس ایست نمیدونم به چورای معلم ها را مجبور میکنه. محمد اقبال میگیرن او چیش میکنن، رسمای چیش میگن، رسمای مسخره آمیز ده، یا که حرف گپا را مینویسن نسبتش. شما نمیتونه که پاسپورت روسیه را فریاد کنه نستو یا که نو تشفیریسی بیاره که همجا کاراتون رو توغیره تو که خیلی کن تو میرینی ای ترسه حرمزاده های شرم با خدا شرمنده مو که در دنیا به آورو ترین در دنیا شما مرکده ضربه که والله بیلاه قسمه شما در ما زدگی چنگیز خان تیموریو نزدگی نیستن، برعکس و در ما کمک داده کردیم. با خدا قسم ضربه سخترین شما در ملت زده، ملت شما به آبرو کرده، ملت شما بوده در سطح پسترین رسونده، در سطح پسترین بوده ملت رسونده. نخو که غیرت نداره قرغز که شما میخیزه میخنده قرغز را هر گپ شما میگه ازبکا کنن شما بترسه. این کجا میروه؟ این ملت کجا روانند؟ یا ملت کجا میبرند؟ یا چی مقصد دارند؟ ما همه از خلاصه آمدم. این همه که روز ساعتش میایه مردم باور کنه این روز ساعتش میایه والله قسم وطن ترک مینم میمونه تو میروه. از چین قرضی داره، ای روسیه قرضی داره، از ازبکستان قرضی داره، ای نمی طالبا قرضی دار تو نکنه نما ما میگردونیم، ای نمی طالبا قرضی دار تو میکنه، از تمام دنیا قرضی دار تو میکنه کو نمیره شما و فرزندامو میسپاریم. یه بچه هوشیار شه، بچه هوشیار شه. پله که بخارش فروخته میشود از حساب برق، از حساب آلومینیوم، از حساب طلا، از حساب سرمه یگان تا در بودجه دولت نمیره. اگر در بودجه دولت برای من حرامزاده باشم نمیره در بودجه دولت. من قسم میخورم همه در شرکت‌های شخصی یا میره در دولت‌های خارجی نداره. این به همون خاطر برق هم میفروشه. اگر تاجیک برق از افغان قیمت میخره، داملا با قدرتی نداره که برق قیمت بخره. برقی که به افغانستان میفروشه مردم تاجیک باید که کم بتیه برابر همو به خارج میفروختگی به تاجیک میفروشش. چخیلی که به طالب میفروشه به تاجیک هم کم میفروشش. میدونی سبب برق فروختن به طالبان چیه؟ به خارج ترسش نه داملا، برای که در اون که همه رشوه‌خورن، همه حرامزاده که هستن، همه حرامزاده اند داملا. از علیقا بیرن پلا جمع کردن یا بورا جمع کردن گرفتن دیپلمات تمام رفت با کشتی شخصی. این نمیای درسته. سلامت باشی، سلامت باشی بیک صبور، الله حفظت کنه. بارک الله بارک الله. خب بله واتساپ بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما همین یک گپ گفتنیم که مثال ما مایل برق یعنی ممکن کاربرد میشود، ما را خداوند دو دای تیلوی دیخونی را امو تلفن تلویزیون تا بکش وقتی گپ زدن تلویزیون تا بکش که اوز خودو دسته تلویزیون تا بکش بله گپ زد تیلو خداوند تیلو دادگی که ای زمین میکنن همون مثال یاموها شنی نمی یا سولا اچوت یامو بجو میشود چی در حال ده نمیتی اچوت که مثال ما اینه میخواه کندیم اینه میخواه راست خود کدیم اینه میخواه فویده موند اینه کرمو فروختیم اینه سریده زدیم یک دیم که ای خونی میس هسته همین را میدونین در خوالیم برادر گرامی همه این چیزا را میدونیم ما هسته همه چیز هسته. نه ما فهمیدستم موزوری بسیار
همو گجو میشوند این هم کرم میکنه اینا مایلک برخش یعنی ممون یوکی ای در پامیر زودی بریلیانت هسته یکا کونی بریلیانت هسته که یک گرامی او $2000 بله برای همو میسول همو گجو میشوه یوکی گرانیتسو چند که در اومد کده تموجنی او توکه مورد نخود همین مردمی توجیک توبه کردم خدا وقت سعدی شیروزی تولد میکرد توکه یا ما میریم دری بدر میکشنمون هر گپی پست بلند میزننمون این توکه همو تو خط کنیم مخوی مردم تو وقت رحمان و پست یک ناموس آمدن در کرده بوینه ما حق خورتش نمیکنم داشنموش نمیکنم اگر خدوان خودش هم خکده که هم رنگ نموچه ببین خدوان دیگه بوده بعدش نمیکنه میگه که 3000 کنیش نمای نمی و الله قسم مکو همی نمیدونم که ما که لایک مونده بودم و همو پیش تو که نمی وقتی که رفتن همی جبر کردن میشل خونه مورا و الله قسم ما تا هم وقت کم همی لایک پایکه نمیدونستم چی بود بعد موندن صرف که من موندن صرف کنم والله قسم یا صرفشی یا لایکوی میمونم یا صرفشی نیوی می نویسونم که توبه کردم خدا اگه خدوان مرا ببخشه اونی که انا که بیدیا جایسه بوینا بو گاب زدن دا در اومدم خدا خواهد اصلا بو روشود گاب میزنم اما شیرینان انا بیترای وقتی که ظلم در کار در استغان رسید بعد دوشه دیگه یعنی که میبروی بعد دیگه رنگی همی خدم بوری والله قسم که من اهمیت نمیدودم 20 میلیون رحمون من همی یگم کردم یا من پای سرم پس من همی زندگی خدم بودم والله قسم به میگفتم که خیلی به یگم تشکر نگیرم یگم کس کرم نگیرم نیکیم والله قسم من چی خیلی رفته همو لایک های رفته 4 سال شید توبه کردم خدا جون درنو که بینی آوردیان بعد خود اومده ده پگونه در سری کتیبش دیده یک نمود گاب میزنه آخه پدنالا دیپلوم دارم که اگر استاد هم خیلی خوندگی نیسته به فکرم صوفای که خود اومده توبه کردم خدا میخیزه یک نمود گاب میزنه این همه تمام که وقت گپ هم نزده بودم من والله قسم اکم همین شمورم سوز نمیشنختم خیلی پیشتر ده والله قسم اینکه لیکن مجبور میکنه نمی حکومت مجبور میکنه که تبخیدی مخالف شای بله 100% یا خودشون تلا میکنن مردم 100%. سلامت باشید میخیزه با پشتی میگیره آخی تو پاد امرای ما وری نونی خودن نداری در خونت سوید نداری آخی کردون نمیوی که یک علاو کنی درم پیچ کرد بو میخیزی آخی پشتی میگیری که ای کدوم یک کمبودی گب زنیم درسته ای کدوم ره نداری سوید نداری توبه کردم خدا نانی خوردن نداری نون بگدوی ای همسایت ایو همسایت قرض میگیری میخیلی توبه کردم خدا سلامت باشی برادر گرامی بارک الله خداوند جسارت بیشتر برای همه ساعت سلامت باشید خوب درمونی الله خداوند شرای نر افراد این ملتی که میخواهند برای این ملت یعنی اون چیزی که انجام میتین گپ میزنن به خاطر این چیزها باید که یعنی که مرد بدن در کار تا اینکه بشود گپ گفته. خب بیننده عزیز گرامی 1091 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است و 87% مردم یعنی که از همین بیننده های 2000 نفره نه این نوارها کهنند گفته است و 13% میگه پیشوجان ما صحت و سلامتند. 550 نفر یعنی که لایکش گذاشته است. او یکی اقشلاق اسدلایی بود یعنی که زنگ بزه گپ زه نوشته است یک کس یگان 40-50 بار زنگ زده است. خب دیگه ما ندیدیمش گفتی گپو ولی ساعت چند بار شد با من زنگ زده استم که جواب نداده است ولی مهم که همین است. 551 برادران گرامی لایک های شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و آشنایی مردمی بیشتر میگردد. به همون خاطر
یعنی که قبول کنیم، بیا قبولت کنیم گبزه قبولت کنیم بو برامدی. خب بله 100%. خب بله خوب بیننده عزیز گرامی، فعلا تا همینجا یعنی که برادرانی که صحبت کردند همین بود و سلام علیکم. بله واتساپ. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام خود رو با بینندگان میرسونیم. چیزی که برادر گفتن یک دو سه باروتی و همین برامده گاب میزنیم میشه دیگه سخنگوی و سال اوزود شده افسوس. الحمدلله. مقصد همین فکر خدا مقصد برای چه شما مهاجران خطاب برای بیننده بسیار شدن با یک دیگر مثل لایک نمیزنم، مثل خیلی که گروهی 24 دارن آدمای بسیار شخصی آدمای خودشون هم مقصد لایک نمیزنم با شما با وایو میزنیم مقصد تو که بیننده نه یگان مشکل نداره. ما یگان مشکل با یگان گروه سیاسی نداریم برادر، همه 100%. ما با همه برادرای یگان مشکل نداریم با هیچ کس. یگان مشکل وجود نداره. زمیدکا میکنم مقصد بسیار با 7 لایک میزنم، کامنت مینویسم، مقصد خیلی کامنت نزدیک خچینم، مقصد لایک میزنم. فقط همین یک 10 ممکن یک 100 کس مثل به حساب شمرده گمده مقصد دیگه گون مثل آدمی چی ندیدم. نه هستن یگان مشکل نداره در مسئله، یگان مشکل وجود نداره. یگان موضوع دیگه در صحبت داشته باشه گپ یگان مشکل ما با یگان نفر یعنی که گروه های سیاسی نداریم برادر. بله یگان گپ دیگه داشتن گفتنی باشه مرحمت. همه صد الحمدلله که مقصد چی مقصد اون گپ چی که میخواستم که سال تستر برگردیم اون گروه قطعی شدن نکنه نمیدونیم چی کاری کنیم که از دست خدمت بیاد که مقصد ما یک روی خطی مثل شخصی شما در آمدگی باشیم تو که مثل انشالله که شما هسته برادر، شما برادر هستید در روی خطی ما هستید. شما سلامت باشه، شما هستید آماده ایم. سلامت باشه برادر، شما هستید. بارک الله برادر. خوب بله بله آواز ما هست؟ بله آواز شما هست. یک روز برادر ما با یک مرد قفقازی صحبت کردیم، 30 سالش هم خیلی کلان است. همراه ما صحبت کرد، بعد درباره همین پیشوا گپ زد، گفت چقدر مردمیش ما را کشیده. خب من گفتم تقریبا 150 تا 100 هزار شاید زیادتر باشه، من خیلی حدودا گپ زدم. بعد گفت که سرگذشتی گفت مثل بری است و خبر داشته از سیاستمدار و تاریخدان. و من گفتم چگونه خیلی بعد نقل کرد. گفت بری از یک مادرش خیلی به نام مرد تولد شدگی است، لیکن حرام است. گفت از یک مرد ترک تولد می شود، یعنی که تولد می شود و به نام یک نفر دیگه گذرانده میکننش. خلاص در مکتب خانیش همه او را مذاق و مسخره میکردین، مثلا تو بچه حرامی گفته. در قفقاز همه خیلی وای بود است که احترام نمیکردنشان. وقتی به قدرت میرسه همه همو گرد اطرافش کسی که میشناسه همه همه را میگه کشت. گفت همین بله پرزیدنت شما مثل همه است. من گفتم که واقعا همه خیلی میگن، گفتم که در ما هم که همه آدم پدر نداره، بیس پدر همین قدر خندید که من از همین چیزش دیدم که این همین کارا را کرده است. من گفتم همین خبر در همجا بگم واقعا هم حرامزاده است مبارک نه. و هر بسیار کسایی که همراه همون کار میکنن همین ظلم زیاد میکنن میبینیم از همون یک حرامزادگی یک چیز داره. واقعی سربلند باشی. سلامت باشی برادر گرامی، سلامت باشی. درسته اینو واقعا هم یعنی که
عطل بعد ذلك زنیم این یکی از چیزای مهمیت رحمانوف است. بله واتساپ. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. همو اسد ما هم جای اسدلا شنو هم قدم گاب زنم بگم همو مکتب کنای اولم هم کنای رو اولم لای همین قزم نشده سبا. این اسدلا همی جای اسدلا کو بودرو مکتباتون کنای پیشوی ملت تعریف دوری تو گفتی گپو ایزونا میکشی ولیم این اسد همی جای بکو اسد بدرو اینا درومات چیش میگو اینا دروم اسدلا چه خیلی سبی سازم الو که جوی موی بو اسدلو تا جوی مو گفتیسته اسد گوش کن اسدلو همه باید مکتب کندگه مکتب کنه اینا 50 ساله مکتب کنه غزده سه با همون رد نشب میریم در بهار رفتن نمیشه علویا در چیز هیچی نیست با تای و دیگه میزنی مکتب رقم چنده؟ کی بو اسد ما قشلوک شمایم این قشلوک برگی تو نمیرو پاری خونه شمایم نم بلندی دایم فهمیدسته؟ شلوک اوجا جینو زندگی میکنه تا جینی داورو پارو قشلوک ما قشلوک نسته تی اگو جینی قشلوک زندگی میکنی پاد راهات رو در بهار گذاشتن نمیشه تو حاضره داور خوندم من همونجا خوندم همون نشب همیاد صبح چی نیسته مکتب اولم کنه مکتب رقم چنده رقم شکرزه تمام دیگه مکتب رقم چنده مکتب سختی بلوک بگو رقم شکرزه سختی بلوک سختی بلوک همون رنگی همون آخی مغلی اینومی مکتب هم سختی بلوک سختی بلوک مکتب رقم چنده برنامه کیه معلم یادستا معلم دست کو معلم یادستا چینم داشت فایز اونو معلم یادستا فایز هم معلم دست کمتری دست سر به همه کوال موال زدگی سرت هم تریش دگی نوشگی مکتب رقم چنده یه خیلی مکتبی ساکسی بلاک آخی هم خودت هم مکتبی ساکسی بلاک خوندگی ساکسی بلاک همه درو مامو چی بلاک نام کوچه‌تون چیه ساکسی بلاک چی بلاک چی قشلوق اوه عمو حسادلا قشلوق نه اخی نام قشلوقشون چیه ساکسی بلاک ساکسی بلاک او قشلوق ما زندگی میکنیم سنده همه مکتب دا میخونیم همه قشلوق دا میخونیم تا جو ساخلام دسته اصاد دروغ میگی این دروغ میگی کارت رو مارگیه قشلوقی ساکسی بلاقی معلم فایز یادستا خدا جون تماس کنه مکتب تو 60 روزدگی رسیدگی نه کشو تعریف داری سوید دوره روسیاب که سوید دوره کار دوره اما انگروه پیش خونتون هم بچه کندک بود در اشش علو که انا گفتی که پیشوی ملت ها به رحمش فهمیدی که ایزو بکش اینم تا میبرو یا نما انگوروتون ایریشوشون کندن بردن علو کنن چی دروغ میگه بچه کیه همی اسدلو همی اسدلو بچه کیه بیست میدونی اوتشا ما استاد ما خیلی اینجا برو ما خیلی میدون ما همو دمو اینجا خیلی برو ما 20 اینجا برو ما گیم نه همی اوتای همی مردک چینم دارم نم شفرومش کنم اتاشا اونا همسایه نو کیه نای تو کی فاطمه برگادیر معلمی سانگ نامیو همسایه نمو انا ورا مشتوشم خاگه تایرا خنا مشتوشم فهمیدی یه دیگه جای رواکیو چسیو کدای یا سگی چایتو دیگه جای سگ دیگه جای شادونا بوکاگیم پا اگه خیلی دروغ نبگه مکتباتون رو گفته است استودو تا گاب زده است مکتب تا گاب زده است انگوره پیش خوناتون رو گفته است ای ساکسی بلاقی مکتبی ساکسی بلاق تام کاگی خدا جون تماس کنه اسدلای مغل شلو سمدون یک ماجن موشنم هم اینا پاتسانو هم گله ترامامش نشون فهمیدی فهمارا 5 نمبر که تو گفتی که با یگون چه نمبر نکه
یاگود شما ما نوبت نامک بوله قشلق تو انگور کو بوشکا به دزدش کردم برداشت کو نمو انگور رشته شونانه کنه الله میکنه نمو جای پوداتونه جو نداره بیچاره او نداره در قشلق تو گور طلاق چکنم چی گوش کنه فهمیدی که او نداره او ما کاگی برای گورا 25 متر ما کاگیم این سگ نمیتونه گوهتون او داره آدمتون نداره آخی شما قدی گوه از جا میخره قشلق مودا 60 خوجگی در داره حولیشون او داره 60 خوجگیش فهمیدی؟ او میزنه سر میبردش موشین گذاشتن نمیتونه ای پرش نشه بای مکتب خاندن اسکودا اوما رفتن نمیشه بهار دا نستم داره شکر جمعی شکر دیگه که انم شرمنده ای گفتی که شرمندگی نیست دروغ گفته استای چی دروغ گفته است؟ تو یگون دروغ گفته استای ما برنامه الله راست گفته استم ما نمو جایم ما استاد میشم شخص ما نمو جایم فهمیدی نمو رو پاری خونه چمو نمو ساسی بلوک خوجاینور چخشلوک شمو این سگ سی بلوک یا که سکسی بلوک چینو توش نبگو ده ما فهمیم اصدوار توریش کنیم چی بلوک های؟ بلوک تو چخشلوک شون چخشلوک نندورای فهمیدی؟ چقش چه؟ نوع قشلاقشون چی های؟ چقشلاق نگاه کن فهمیدی؟ اسدالله کو سکسی بلاقی ای خوکسی بلاقی نمیدونم گفتی که با ای پیشوا بلاقی ای قشلاقی نمیدونم فرستا میگم مغلی میگوی نیستم دیدی مغلی تازه ای قشلاقات اونم توشکی نداره دو قشلاقا مغل زندگی میکنه مغلان همون نومی مکتب نگفته نه همین گوش کده مکتب بوده بایلی خیلی نومی مکتب شب بوده خنک شوه نومی مکتب شب بوده خنک شوه نومی مکتب چنده مکتب بخدو اینا چند قیف فراموش کنم دیده درون بگو که مکتب که خونده چخلا فهمیدی؟ هم راهاتون جزیر ای سکسی بلاق قشلاق گفتی که پون مغل قشلاق نمیدونم خونستا خیسته با اینو توجی گب زدیسته اصلا تو دیگه تو ردی معرکه دیگه گب نزدی بخدو ای بای دیگه اصلا گب نزد التیماس برا خب که خوره امنیت هم گفتی وضعیت سوخت روت میگم برنامه الله خدای دگونه مرموس میگم اینم قشلاق ساسی بلاق قشلاق جانور در مکتب میخونن مکتب کنه ممکن که مقرم بیده کمیسول نوش که اگه تو پوی و 2027 مکتب نو مکشویان ای بیاقلی دیونه و 2027 بعد رحمان فوخی او را ما مکشویان نه 2005 مکتب نو کدن مکتبی نو کدن 2005 چند نوری مکتب تو؟ نمو شاگرد شیطانت بگه ترا میگم تو در مکتب چند خونده؟ ما میدون مکتب چنده نک نو ابله که خودت نمیدونی نمری مکتب چنده برای که خطی امام علی خطی کی بود نمو مصاحبه داشتی که اخی خطی همو گفتی که پت چی گفت زدی گشتی گفتی ما در کلدار مکتب خوندگیم مکتب ما رقمش نکرنه های تو میزنم میتونه و چی میگوی؟ چکو مکنه بس چکو مکنه؟ اوش نایش شبچه کو شبچه یک دسته اوش روز با هم قشلق شما میاد با هم قد روز میبره سینی دانه میروه همه گذاشتن نمیشه و پودوتون فهمیدسته؟ نه سی و طور شایطنه شبچه ها چه خونه پود میروه دروگو یا دروغ میگی زمینی باشه تا عثمانی گفته استه خیلی عثمانی های بچه همین نام قشلاق سکسی بلاق مغل بلاق قلاچی قشلاق
یعنی که چخش پرق نمو مغلی نمو توجیکی نیستن خونه سوخته بو خیسته دیجا ای رحمان حمایت داره خاک رحمان و بود که حمایت کنه دیگه معلومه آخه دیگه گپ نزد اصلا باور که ایزو کشیدن برا گپ درگم شکی وابشه گفتی گپو بله بله برنامه خبرم میشناسی ما همون فهمیدم ما با خدا بو و چند بار گفتم امیر ابوذر من بعد نوشتم با اینا با سرزم او یک شلوک او هم جای ما قطیما کتاشیدم پا اورا بگو اکاوز با این کار کدیسته خدا هدایتش کنه خیلی سلامت باشی نر سلامت باشی سلامت باشی خب بله واتساپ اوزی ماسته اوز تاسته بله سلام علیکم و علیکم السلام امی اوزی مرا مردم چت شوگوش کدیسته انا که این خبیثیای بعد گپ زده سه گوشت نمیکنن دیگه اول گپ زد که چی میخوای حقارت پقارت کنی باشین اول چاپلوس ها به رحمش میدروین که فکر میکنن که باید یگان کار کنن که خدا هدایتون کنه چیتون بگیم دیگه خب بله بیننده عزیز و گرامی فعلا حدود 4 ساعت شد برنامه ما ادامه دارد و 1139 نفر در نظرسنجی اشتراک کرد و 567 نفر لایک های خودشون گذاشتن و یک بار بله 567 نفر لایکاتون رو گذارید بیننده عزیز و گرامی تا اینکه سببی دیدنی بیشتری مردم در برنامه ها شود و خداوند نهایت نیک خوب را انشاءالله برای ما و شما عنایت کند و امیدواریم که خبرهای خوب از لعنت کرده الله میشنویم. خداوند ما و شما را خرسندی و فرح و خوشحالی انشاءالله که نصیب و روزی میکنه و تا اینکه بتونیم آینده نیک خوب را با این ملت و با این مردم انشاءالله که انجام دهیم. خب بیننده عزیز و گرامی الحمدلله در نهایت برنامه کاری انجام داده شبکه اصلاح در ماه ینور که امروز 28 فردا 29 31 یعنی 2-3 روز دیگه مانده است برنامه های مقرری ما ادامه دارد و انشاءالله امیدواریم برنامه سیمیکا نیوز ما روزی شنبه خدا خواهد تقدیمتان می شود و دیگر همین خیلی انشاءالله که تا روزی یک شنبه که برنامه روزی یکمی فوریه ممکن که برنامه آینده ما باشد. خوب خیلی که دیده استودید کارمون انشاءالله که به شکلی که هست ادامه میتیم و شما هم هر معلومات هر چیزی که دارید انشاءالله که فرستید و دیگر وقتی جانبرایی رژیم رحمانوف است و انشاءالله که با پدرود گفتن جانی کثیف این پلیدم اگر که خداوند جانش گرفتنی باشد الی جهنم و بئس المصیر ممکن است که جان این ملت نجات یابد ولی اگر هوشیار باشند و نگذارند که هر سگ خوگه قدرت با قدرت بیایند و کار انجام دهند. به همون خاطر امیدواریم که انشاءالله این ملت هوشیاری را از دست نمیتید و کار باید برای آیندهش بکند انجام میتید و نباید دیگر ما بگذاریم که آینده خود و فرزندان و نسل آینده مون در اختیاری چند راهزن دیگری بگذاریم تا اینکه ما و شما باز هم اسیر و غلام و دربدر و به همین حالت ها زندگانی کنیم. به همون خاطر همه وقت باید نچیکو این ملت ایستادگی باشد، همه وقت دیگر یعنی که خیلی که با ما رحم نکردن این ملت باید به این اویله هم رحم نداشته باشد. منظور از رحم قاتل نیستیم، باید دیگر نمیگذاریمش که یعنی که با ما ظلم نکنه. یعنی اگر تو خواسته باشی که انصر اخاک ذاک او مظلوما، یعنی که اخ برادرت اگر ظالم هم باشه مظلوم هم باشه کمکش کن و ظالم هم باشه کمکش کن. میگه خب اگه مظلوم هم میفهمیم که یعنی که یاردمش کرد مظلوم ها کمک کردن یعنی که کمکش میکنی تا اینکه ظلم نشود، ولی ظالمش خیلی کمک میکنی. ظالم می قپیده است یعنی میمونه که ظلم کنه. پس قپیدنی دست همون ظالم که اویله رحمانوف است وظیفه ایمانی هر یک شهروند است. به همون خاطر
باید هر یک قدم ما در ایستادگری کردن در مقابل این رژیم هر یک قدمون یعنی که مهارت خوبی وطنداری مونو باید نشان بدیم. دیگر فریب نخوریم. باید دیگر یعنی که انا مای تری میکنم انا من آینده ای کار دیگر یگون چیز رحمانوف لا یقبل منه صرف ولا عدل، هیچ چیزی از اون باید دیگر قابل قبول نباشد و این ملت باید آگاه باشد و هیچ وقت آگاهیش و هوشیاریش از دست نباید بتید. در غیر این حالت بازم آینده یعنی تاریک و بدی را بتونیم که انتظار باشیم. پس به همون خاطر هر یک بیننده که امروز دیده ایستاده است به افراد ناآگاه این ملت برای آگاه بودنش بفهماند، برساند تا اینکه آگاهیش مهمترین چیز است. اگر آگاه نباشد پس خیلی مشکل است که یعنی که کار انجام بگیرد. به همون خاطر انشاءالله که ما و شما با هم میتونیم کاری را انجام داده. تنها و تنها استقامت و استواری و ترس دیگر چیزی نیست که ما را هر چی ترسوندن به همین حالت آمدیم رسیدیم. با ترسیدنمون بهبود در حیات ما پیدا نشد، جز از بدبختی در حیات ما چیزی دیگر ما را تغییر نداد. به همون خاطر دیگر ترسیدن کنار بمانیم، تنها و تنها کار برای آینده خوب و نیک خودمون انشاءالله که انجام دهیم. خوب، در آخر دعا میکنیم در این ماه مبارک شعبان الله سبحانه و تعالی تمام مصیبات و مشکلات از سر این ملت در این ماه مبارک و ماهی که دخول ماه رمضان پس از این ماه است و ماهی که رسول اکرم بیشترین روزهای آن را روزه می داشتند و یکی از ماههای عبادی هم می توانیم بگیم از نگاه عبادت روزه و از نگاه تهذیب نفس و آمادگی برای دخول ماه رمضان خداوند در این ماه شعبان سیراب بگرداند این ملت و از غفلت ها بیدارش کند. خداوند هر کسی بر این ملت بدی میخواهد، هر کسی بر این ملت ضرر میخواهد، قتل میخواهد، خیانت میخواهد، الله رسوا و رسوای این دنیا و آخرتش بگرداند. هر کسی سوء استفاده از این ملت میکند با هر شکل صورت الله شرمنده این دنیا و آخرتش بکند. خداوند این ملت عزت و شرف برامون باز بتید و خداوند تمام زندانیان بیگناه این ملت از استاد محمد علی حید، سید عمر حسینی، سیف الله زاده و افراد دیگری که رحمت الله رجب و افراد زیاد زندانیانی بیگناه دیگری که در زندانهای رژیم رحمانوف قرار دارند و وضعیت‌های بعدی را گذرانده ایستادند، خداوند آنها را آزاد نماید و برادران ژورنالیست ما دلیر امام علی، یعنی عبدالله غربتی، پیر محمد زاده و دیگر زندانیان بیگناه، خواهرمون یعنی که زندانی شد رخشانه حکیموه و استاد عبدالقادر رستم و این چنین بزرگان زیادی دیگری ما که در زندان قرار دارند و واقعا وضعیت محمود آدینایف که یکی از برادران جسور ما بود در وضعیت بد قرار دارد. خداوند این برادر زندانی ما را نیز الله از این مصیبت هایی که بالاشون این رژیم آورده از هر چیز زودتر نجات بتید و اونانی که سبب زندانی شدن این برادران بیگناه ما شدند به خاطر آزادی این ملت هر چیز زودتر دل آنها را شفا بده و صبر برای ایشان عنایت کن. الله سبحانه و تعالی این ملت به روزگار نیک و خوب هر چیز زودتر برساند و امیدواریم که سال 2026 سالی پیروزی این ملت بر علیه این طاغی، بر علیه این ظالم، بر علیه این سرکوبگر، بر علیه این تاجیک کش، بر علیه این ملت کش و نسل کش خداوند ما و شما را به پیروزی برساند و انشاء الله همه با هم نماز فتح را در وطن عزیزمان ادا میکنیم و برای آبادی وطن و کشور و دولت و گلگل شکوفان کردن وطنمان و بلند برداشتن نام این ملت در داخل خارج کار انشاء الله که با هم انجام میدهیم. سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.